آوای بور تقدیم می‌کند. کتاب آلت پرستان، نوشته نیما شهسواری، منتشر شده توسط وبسایت جهان آرمانی، سال انتشار 1400، تعداد صفحات مشتمل بر 187 صفحه، گویش دیوا، ادیت فنی قره‌داغی، پخش فایل صوتی توسط کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayabur.com بخش اول، پیشگفتار. به نام آزادی، یگانه منجی جانداران. بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتابهایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشری را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. بر خود ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد. زیرا که همواره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست، حال دگر بار بازگو شود. به پا خواستم تا در برابر ظلم‌های بیکران خداوند، الله، یهوه، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را همواره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. بر خود ننگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همان آزادی است، قانون رهایی را نقض و باعث آزار دیگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد. زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نشر ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است. حال چه از روی سودجویی و چه برای ترویج و اطلاع رسانی. امروز می توان با بهره‌گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بیشک بیمدد از این نگاشته ها نیز هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیش پافشارید، بی بهره از کشتار و قتل عام درختان می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران. متن کتاب. چقدر آهسته و سنگین گام برمی دارد. گویی وزن زیادی را به همراه خود می کشد. احتمال آن که هر لحظه زمین او را به خود ببلعد و یا او شادمانانه زمین را حفر کند و از گام‌های سنگینش به درون فرو رود بسیار است. باز چه چیزی فکر او را مشغول خود کرده که ابروان را این گونه در هم کشیده است؟ آن ابروان پرصلابت که به پرچین کوچکی می توانست آنقدر زیبا شود که همه بینندگان را به زانو بکشد. ای وای، باز هم کفر گفتم. باز هم تمام مقدسات را به سخره گرفتم. زن برای عرضه به زمین نیامده است و آن تنها وظیفه هرزگان است. هرچه زشتر باشیم پاکتر خواهیم بود و نظر کرده به نزد خداوند بزرگ آسمان ها. این پنجره کوچک رو به آسمان و منظره این کوچه محقر تمام زندگی من شده است. کوچه ای تنگ که فکر نمی کنم بیشتر از 3 متر عرض داشته باشد. با این خانه های 2 طبقه رو در روی هم، تک تک آجرها و نمای نداشتهشان را در این مدت از بر شدم. می دانم رأس چه ساعتی چه کسی از همسایه ها به روی بالکن می آید و چگونه کل محله را زیر نظر می گیرد. می دانم در حال حاضر چه کسی در خانه‌اش چه کاری انجام می دهد
و در ساعتی دیگر چه کاری برای انجام دادن دارد و این پیشبینی‌ها بخشی از عمرم را به دنبال خود میبرد و مرا باز در این اتاق کوچک تنها میگذارد. چند صباحی است که این اتاق از آن من شده است. بعد از آن همه مشقت‌ها، بعد از آن همه خاک خوردن‌ها، بعد از زندگی در میان خانه‌ای نیمه ساز، بالاخره موفق شدیم تا ساخت این خانه را به اتمام برسانیم. و حال من میتوانم در این اتاق زمانی را به خلوت بگذرانم، هرچند که این زمان تنهایی دوام بسیاری نخواهد داشت. قفل کردن درب که از گناهان کبیره محسوب می شود، اما حداقل میتوانم درب را ببندم که آن هم در پی گذشت چندی به همت یکی از اعضای خانواده و گاه دیگران گشوده می شود و من باید همواره در دسترس این جماعت باشم. درست مثل همین الان که با گام‌های مادر که از کوچه گذشت و به خانه آمد، در به یک باره باز شد. صدای گام‌های او را از چند گامی حس می‌کنم و می‌دانم که به سمت اتاقم آمده است. در طول تمام مدت که به پشت پنجره نشستم، باید تمام حواس را معطوف شنیدن کنم و با دل و جان تمام صداها را بشنوم. آخر احتمال آمدن ناگهانی هر لحظه یکی به درون اتاق بسیار است و مکافات از آنجا آغاز خواهد شد که من پشت پنجره نشسته باشم. دختر که پشت پنجره نمی نشیند. دختر که نباید به بیرون نگاه کند. دختر که نباید تا این حد بی‌حیا باشد و دختر که نباید. باز به اتاق آمد و من او را از گام‌های سنگینش و آنطور که زمین را بر می‌کند و به داخل می‌آید تشخیص دادم. گویی با هر گام برداشتن می‌خواهد زمین را به دنباله خود بکشاند و هرچه بر آن است را زیر و رو کند. برای هر کسی که چند باری به راه رفتن او گوش فرا داده باشد، تشخیص صدای گام‌های او آسان است و برای منی که در طول تمام عمر این گام برداشتن‌ها را دوره کردم آسان‌تر. قبل از رسیدنش به داخل اتاق، باید خود را به صورت دیگری در اتاق جای دهم. باید که از قبل خط قرمزها را مرور کنم. دختر دراز نمی کشد. اگر هم کشید از پشت به روی زمین دراز نمی کشد. دختر که به پشت پنجره نمی نشیند و به بیرون چشم نمی دوزد. پرده های پنجره اتاق دختر همواره کشیده است و باید که برای اطمینان پرده‌ای متشکل از چند لایه سراسر پنجره ها را بپوشاند. دختر درس بسیار هم نمی خواند. آخر این چه کاری است؟ این درس خواندن ها که ما را به جایی نمی رساند. ما باید درس زندگی بیاموزیم و برای زندگی تلاش کنیم. اما هر چه باشد، خواندن درس خطرات کمتری به همراه دارد. پس آنگاه که صدای پای او را شنیدم، باید که خود را به جایگاهی برسانم که از چندی پیش آن را برای خود تعبیه داشتم. آن میز تحریر کوچک با آن چراغ مطالعه که چقدر آنها را دوست دارم. هر دو را پدر برایم خرید. با چه ذوق و شوقی برای آوردنش به بالا به حیاط رفتم و از خاطرم رفته بود که چادر سر کنم. آخر پدر که توان خریدن چیزی نداشت. مردی که همه روز را کار میکرد و در سرما و گرما جام میکند، توان خریدن این اشیای لوکس را نداشت. اما او کلابه های مرا شنیده بود. دیده بود از حسرت داشتن این میز تحریر چه مویه ها کردم. پس اگر بارهای دیگران را به کول برد و همه سنگینیش را به جان خرید، باز به دل مرا یاد کرد و در این روز به خاطرم بود تا آن را به همراه بیاورد و برایم دنیای تازه‌ای را ترسیم کند. دنیایی پر از آرزوهای تازه. خواندن و نوشتن در میان میز کوچکی با چراغی که دفتر و کتابهایم را روشن و پر نور می‌کرد. دیگر نمی‌توانستم بر جای خود خشک بمانم. دوست داشتم پدر را در این آوردن بارها کمک کنم. او به عصاره همین بار بردن‌ها این بار گران را برای من تدارک دید و دور از انصاف بود که باز هم همه بار را به دوش بکشد و از پله‌ها به بالا بیاورد. فریادهای مداوم مادر مرا به خود خواند و همه شیرینی داشتن آن میز تحریر و آن چراغ مطالعه به قلبم جا ماند. تنها هرزگان اینگونه به حیات میآیند. آن هم حیاتی که از بالکن دیگر همسایه‌ها دید دارد و هر کدام از آنها میتوانند این هرزگی را ببینند. غرولندهای مداوم مادر که این دختر به باطن هرزه است و اینگونه کارها را میپسندد، هرچه با او کنیم از او چیزی فراتر از آن برداشت نخواهیم کرد. اما حال بهترین جایگاه برای من و برای رویارویی با آن زن در میان همین میز تحریر است. در حالی که کتابهایم را به دست گرفت و آنها را میخوانم، او میتواند به من نزدیک شود و وارد اتاق شود و هر کاری که خواست بکند. دقیقاً از دل این اتاق چه میخواهد؟ چیز که برای او تا این حد این اتاق را جذاب کرده است؟ چه چیز با ارزشی در این اتاق تا به حال جسته است که هر بار به آمدن در این اتاق راغب میشود؟ بارها و بارها طول حرکت او را در این اتاق دوره کردم،
اما هیچ نیافتم و حال باز هم در حالی که مثل همیشه با گام‌هایش زمین را می‌کند و به پیش می‌رود، با سری به پایین و ابروانی در هم به اتاق می‌آید. بی معطلی و طبق رسوم و عادت دیرینه‌اش باید که تلنگری به من بزند. نمردی اینقدر خود را به این اتاق حبس کردی؟ ذره‌ای هم با ما باش و ما را دریاب. بعد با سرعت به سوی کمد لحاف و تشک‌ها رفت و سر به درون برد. اما من که ندیدم چیزی بردارد یا چیزی بگذارد. تنها سر به درون برد و بعد از چندی باز از اتاق بیرون شد و در حالی که داشت از اتاق فاصله می گرفت با صدایی که به فریاد می مانست گفت: بیا و غذایی بپز. آن پدر و برادر بیچاره‌ات تا چندی دیگر خواهند آمد. چرا نام آن پدر دردمند را به کنار آن برادر تنلش یک جا آورد؟ او که بیچاره نیست. مشخص از حال در پی چه می گردد. آیا باز هم دختر تازه‌ای را برای صحبت کردن جسته است؟ و یا طبق عادت همیشه به سر کوچه با دوستان اراذل‌تر از خود در حال جولان دادن است؟ حال چندی است که از پنجره اتاق او را نمی‌توانم ببینم، اما گذشته‌ها همه حرکاتش را از پنجره زیر نظر داشتم. آخر پاتوق اصلیشان همین چند گامی آنسوتر زیر پنجره پونه بود. می آمد، صدایش را به سرش می انداخت، با دوستان عربده می کشید، شوخی می کرد و بعد از آمدن پونه به پشت پنجره یکی از دوستان را به این سو و آن سو پرتاب می کرد و ارزندامی می کرد و بیچاره پونه که چه مبهوت این پهلوان پنبه در خیابان ها می شد. اما حال دیر زمانی است که دیگر به چند گامی آنسوتر با آن دوستان اراذل نقل مکان کرده است. تنها از بالای پشت بام نیمه تمام می توانم او را ببینم. چند باری که دیدمش همان رفتارهای تکراری گذشته را کرد. باز هم قلدری می کرد، فریاد می زد، با همه شوخی راه می انداخت و بعد از این سفر پربار در هر ساعت که دوست داشت به خانه می آمد تا از شاهکارهایش برای مادر سخن براند و او از داشتن چنین پسری حظ برد و باز به چشمان و لبها و به ذهنش فریاد بزند که ای کاش به جای من پسری زاییده بود تا هیچگاه به هرزگان بدل نمی شدم. باید شام پخت. باید برای او غذا پخت تا فردا بهتر و بیشتر بتواند عربده سر دهد. باید این تفاخر بزرگ خاندان را به دیگر محله ها هم رساند و همه از دیدن او درس بگیرند و بدانند که فرزند ارشد محبوب خاتون چه عربده کش قهاری است. باید او را با غذاهای لذیذ سیراب کنم. اما آن پیرمرد از همان غذا می‌خورد. خب اگر برای او غذا نپزم، باز به تخم مرغی از سوی محبوب خاتون مهمان خواهد شد. چه چیز بیشتر جز تخم مرغ در تمام این سالها خورده است؟ تمام کارها و بار بردنهایش برای من بود و تمام بار منت بر سر من خراب شد و اینها را چه دخلی به محبوب خاتون بزرگ که یک زن و تنها ناجی خانواده ماست؟ اگر او را هیچگاه سیراب نکرده ارزشی نیست. تنها ارزش جاری آن است که او آن مرد دیوانه را زندگی عطا کرده. تمام پول کار کردنهایش را اندوخته تا بتواند خانه‌ای بسازد، تا بتواند امروز سقفی بر سر داشته باشد. اگر زندگی نکرده، اگر نفهمیده تمام عمرش چگونه گذشته، اگر در طول تمام این سالها هیچگاه غذای درستی به دهن نورده، ارزشی نیست. که محبوب خاتون یک مدبر این خاندان است. باید به میان آشپزخانه باشم. باید تمام کارها را به بهترین شکل به پیش برم. او از من تدارک شام خواست و من باید شام بپزم. آشپزخانه را تمیز کنم، گردگیری کنم، جارو بکشم و هر چه در دید آید را بشورم و بسابم که این آخرین اخطار او به من بود. تقطی از آن جنگ بی پایان دیگری را به وجود خواهد آورد. محبوب خاتون به پیش می آید، هر چه در برابرش باشد را به خاک می نشاند و هر که در برابرش بایستد را با خاک یکسان خواهد کرد و قدرت و بزرگیش را به رخ همگان خواهد رساند. همه در برابرش به خاک می افتند و هیچ برای گفتن نخواهند داشت که او قدرت گفتنش، قدرت دانستنش و همه چیزش فراتر و والاتر از دیگران است. باید هرچه گفت را به توان بی‌نهایت برسانم و تمام کنم که جنگ سختی در کمین است. شروع این کنایه ها جنگ سختی را نوید می دهد که سرآخرش حتماً به هرزه بودن من ختم خواهد شد. اما آن پیرمرد چه چیزی را برای خوردن بیشتر دوست داشت؟ چه خورشتی را می پسندید؟ آری، در کنار غذا همواره دوست داشت که خیار ماست بخورد. اما خیار در خانه تمام شده. اگر بخواهم برای خرید خیار به بیرون بروم چه؟ محبوب تازه آرمیده است. تازه از او صدایی نمی آید و معلوم نیست خود را به کدام سوراخ پنهان کرده. آیا به دنبال شر می گردی؟ آیا می خواهی جنگ تازه‌ای را رقم بزنی؟ حال که هوا تاریک شده، مگر دختر حق بیرون رفتن از خانه را دارد؟ مگر می توان دختر تنها را
برای خرید آن هم از این موقع شب به بیرون فرستاد. وا مصیبتا، ای وای که جهان هرزگان شده است. این دنیا ما را به هرزگی و هرزبارگی سوق می دهد. بهتر است که پیرمرد امروز از خوردن ماست و خیار پرهیز کند. شاید در فرصت دیگری برایش تدارک دیدم. به نظرت در حال حاضر کجاست؟ آیا باز هم طبق معمول به حال آمده و تمام بند و بساط برای خوابیدنش را به حال رها کرده تا خانه را به خانه ارواح بدل کند؟ تمام چراغ‌ها را خاموش کند، ما به گور بنشینیم و صدایی از هیچ جا بیرون نیاید که او خسته و ملول است. امروز برای خرید به بیرون رفت و این بیرون رفتن حتما او را کلافه و خاموش کرده است. حتما او را در هم برده است. پس حتما امروز بیشتر از دیگر روزها به استراحت نیاز دارد. اگر در حال باشد حتما خواب است. اما اگر به اتاق خودشان رفته باشد بیشک در حال صحبت کردن با تلفن است. سرک کشیدن و جستن او هم ترسناک است که اگر ببیند همه را تفسیر به بازیگوشی‌های زنانه خواهد کرد. زن سنگین باید با وقار بی تحرک تنها به گوشه‌ای بایستد و آنچه از او خواسته شده است را به اتمام برساند. یعنی در حال حاضر من باید تمام حواس پنجگانه‌ام را در اختیار پخت و پز بگذارانم، نه کار دیگری که اینها هم شاید به آخر تعبیر بر هرزگی شود. اما هرچه برایم ببافند و بیافرینند ارزشی نیست که بدانم آن زن سنگین و با وقار حال به چه حال و در انجام چه کاری است. تمام حال را زیر و رو کردن چند ثانیه‌ای از وقت را نخواهد گرفت و اتاقی که دروازه‌اش را بسته و چسبیده به همان حال محو شده در آن سوی آشپزخانه هست هم کار زیادی ندارد. اما در اتاقی که چراغ‌هایش خاموش است صدای پچ کردن محبوب را میشنوم. آرام آرام صحبت می‌کند. چراغ‌ها را هم خاموش کرده و به نظرم حالا خودش را روی تلفن پهن کرده است. کمر خمیده بر روی تلفن در حالی که تلفن نزدیک به پاهای جمع شده‌اش است، تصویر آشنای او در حال مکالمه است. اما این صدای آرام و شکسته مرا به چیزی نزدیک نخواهد کرد. باید سرچسباند. باید با آن درب حائل میانمان نزدیکتر شد. دایره کسانی که با او هم کلام میشوند بسیار کم است. میتوان به جرأت این دایره را به یکی از خاله‌ها، آن خواهر سنگین و باوقار، آن الهه و مرکز عالم هستی، آن زن همه چیزدان و آن الهه پاکی و شکوه نسبت داد. میدانم که حال هم با او به سخن نشسته است. مطمئنم که باز هم با او حرف میزند. چرا که او تنهاست که محبوب را تا این حد آرام میکند. تنها در برابر او محبوب این گونه دست و پا را جمع میکند و آرام و با لکنت سخن میگوید. آری، او به دایره این هستی نشسته است و یکی از این خطوط درگیر به شعاع چنین دایره‌ای برای محبوب است. این مرید در برابر آن مراد است که این گونه سر به زیر میاندازد و بیشتر گوش میسپارد تا بیشتر بفهمد، تا بیشتر بداند و از اندوخته‌های اسرار آن زن با کمالات بهره‌ای برد. اما میان حرفایش، میان این سکوت چند کلمه‌ای از آن زن سنگین و باوقار تنم را به لرزه واداشت. عرق سرد بر پیشانیم نشاند و جانم را به لب رساند. تکرار این واژگان دردمند به دردم نشاند و جانم را به زخم کشید. عورت، آلت. ضرباهنگ این دو واژه که در جستنشان به تردید افتادم مرا به درد نشانده. ندانستم کدامشان بود، اما از زبان محبوب شنیدم که یکی را ادا کرد و به زبان راند و از گفتنش هنوز زمان کوتاهی نگذشته بود که زیر گریه زد. صدای گریه‌اش گوش آسمان را هم کر می‌کرد و با زجر ناله سر می‌داد. نمی‌دانم به آن سوی خط آن پیرزن همه چیزدان چه برای گفتن داشت، اما ترسیم صورت محبوب برایم ساده بود. آن صورت که حال به چروک‌های بسیار در خود ترک خورده و به خود وامانده است. آن اشک‌ها که به این صحرای بیاب و علف ذره‌ای آب آوردند تا این خشکی را بشویند و ابروان در هم کشیده‌ای که حال به درد اشک‌هایش آرام افتاده‌اند، آن تصویر همیشگی از خشونت را از میان بردند. دیگر نتوانستم بیشتر از آن در کنار آن درب منزل کنم. دیگر نتوانستم حتی برای ثانیه‌ای بیشتر در آن هوا نفس بکشم و باید که از آن تاریک خانه دور می شدم. باید خود را به هوای آزاد می رساندم. دیگر هر چه می خواستند بگویند، هر چه می خواستند بکنند. توان بلعیدن آن هوای گندیده در آن تاریک خانه نمور به جانم نمانده بود. باید به پشت بام نیمه ساز می رفتم. آنجا که دو غمخوار به انتظارم نشسته بودند. آنجا که آنها مرا در می یافتند و با نوک‌های کوچک و بی‌دردشان جانم را می خوردند. ای زردان کوچکم،
ای زرد روی ماهدل، برایم بگو، آیا شمایان به همین دردها وامانده اید؟ آیا شمایان هم هرزه می انگارید؟ آیا تو دختر شده و این فرسنگ ها فاصله را به میانت دیده ای؟ نکند شما دو کوچک زیبا به دو جنس تعلق پیدا کنید و در این جنگ بر سر و روی یکدیگر بکوبید. اما شما که آرام همدیگر را بغل می کنید، اما به قلب شما که هیچ از اینان که ما دانسته ایم راه نیافته است. آنگاه که نوک پهنت را به انگشتانم می چسبانی و می خواهی ذره ای از جانم شوی، به درونم رسوخ کرده ای. ای کاش جهان بی عورتان بود. ای کاش هیچ به تنها جا نداشت، از این آلت زشت که ما را از هم دور می کند. ای کاش هیچگاه کودک نبودم و هیچگاه. او از کجا دانست که عورت چیست؟ چه کس او را به این آلت و عورت آشنا کرد؟ چه می دانست از این جسم که بر او وامانده است؟ چه کسی این را با او در میان گذاشته بود که به آن سن و در میان آن کودکی مرا به آن دخمه برد؟ چرا عورتش را نمایان کرد؟ برایش چه بافته بودند که فکر می کرد نمایان کردن عورت برای دختری تا این حد بزرگ و والا ارزش است؟ آیا پسرک عربده‌کش در خیابانها که حال می توانم او را کمی دورتر از این هوا و به زمین در میان دیگر اراذل و دوستانش بجویم تا به حال عورت نمایی کرده است؟ آیا آلتش را به دیگری نشان داده است؟ این ذره از جسم آدمیان چیز که جهانشان را به لرزه آورده است. این جسم وامانده بر جنازه های آنان که به خود میکشند چیز که مرا به عرق سرد مینشاند و محبوب را به اشک چشم. آن پسرک در دورترها از کجا دانست که با نشان دادن عورتش دنیایم را به آتش خواهد کشید؟ چه کسی او را آموخت که این نمایان کردن آلت آتش به زندگی ها خواهد زد؟ آیا بر محبوب هم کسی عورت نشان داد؟ آیا به حق آن روزهای دیرین نباید که او را بازخواست کنم؟ نباید او را بی اسمت و بی عفت کنم؟ نباید بر سرش هوار بکشم؟ نباید او را هرزه بخوانم؟ نباید به این انگ دیگر حتی به چشمانش نگاه هم نکنم؟ اما شاید همه اینها را خود به خود خوانده است که کسی آلتش را به او نشان داده است و زن که نباید ببیند که با دیدنش هم ناپاک خواهد شد. ای ننگ بر هرچه زن خواندند، ای نفرین به این زن بودنها، همه از هرزگی آمده و همه را به هرزگانی بدل خواهد کرد. اردک کوچکم، آیا شمایان هم عورت نمایی می کنید؟ آیا عورت به یکدیگر نشان می دهید و اگر داده اید، آنکه ناخودآگاه دیده است، آنکه ندانسته به این مرداب افتاده است، ناپاک و هرزه خوانده می شود؟ آیا از داشتن چنین فرزندی به خود شرم می کنید؟ آیا به واسطه اینکه او چیزی دیده که نمی دانسته چیست و کسی او را به هزاری دیگر هوا و آن دور دستان کشانده است را از خود می رانید؟ آیا دیگر هیچگاه او را پاک نمی انگارید که پاکی به تن و دیدگان و پرده های بر اندامتان نهفته است؟ کاش به دنیایتان ذره‌ای جای بود که مرا به خود فرا می خواند و به خود نزدیک می کرد تا هیچگاه از اینان به یاد نسپارم، هیچ از اینان به همراه نیاورم و همه را از خود دور کنم. چرا اشک بریزم؟ چرا باید که ناله و فغان سر دهم؟ محبوب چرا به اتاق نشسته و گریه می کند؟ آیا او هم بی‌عفت و ناپاک شده است که دیوانه‌ای عورتش را به او نشان داده؟ آیا برای ناپاک شدن خود اشک می ریزد یا نه؟ او که ناپاک نمی شود. او و آن خواهر بزرگتر از خودش سرمنشأ تمام پاکی های دنیای هستند. شاید به یاد گذشته های خفتبار من افتاده است. شاید به یاد آن افتاده که دختری 7 ساله عورت پسری 12 ساله را دیده است و تمام پاکی تنش را از او رو بودند و او هرزه است که تمام این سالیان با او زندگی می کند. آیا به یاد این ننگ بر پیشانی افتاده است؟ آیا باز به خاطر می آورد که چگونه آن محله را پشت سر نهادند تا از این انگ و ننگ دور شوند، این ننگ خانمان برانداز را از خود دور کنند که دختر 7 سالهشان عورت دیده است، جزئی از بدن دیگری را دیده، اما هیچگاه نپرسیدند که آن کودک دیوانه چرا عورتش را به من نشان داده. او را هم به باد کتک بستند. پدرش بعد از فهمیدن دیوانه‌وار جانش را درید و به او فهماند که این بخش از اندام آدمیان ذره‌ای است باعث شرمساری، ذره‌ای است که باید آن را به خفا نهان کرد و از آن هیچ نگفت و هیچ نشنید. بی هیچ یاد و خاطره از اینان، بی یاد و نگاه به دنیای اینان، می‌خواهم آرام تو را، ای اردک کوچک زردم، به آغوش بکشم و به بی‌هرزگی به دنیای مانده اینان، به عورت و آلت نمایی که همه را به یک باره به هرزگی نشانده است، آرام بخوابم. شاید به خواب دنیایی دورتر از اینان جستم و نقش تازه‌ای بر آن زدم
که دورتر از دنیای دردآلود اینان بود. کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش دوم. چه کسی مرا در آن حال و هوا دیده است؟ نکند کسی در آن حوالی بوده و فهمیده باشد که چه به روز من رفته است. آیا در آن حوالی کسی بود و فهمید که چه به روزمان گذشته است؟ آخر چه خطایی از من سرزده بود که آن مردک این جرأت را کرد که بتواند چنین کاری در برابر من بکند؟ وا مصیبتا! حال با این بی‌آبرویی چه کنم؟ چه توانی برایم مانده است که بتوانم در برابر دیگران سر راست کنم، به آنان چشم بدوزم؟ آخر این زن بودن چیست که این گونه گریبان مرا گرفته است؟ تمام این دردها از آنجا آغاز می شود که ما مردان درستی به جهان نداده ایم. ای کاش که مردی به جهان بودم و آنگاه می توانستم پاسخ این دیو صفتان را آنگونه که لایقند به آنان دهم. ای کاش برای چند صباحی جایم با آن مردک سیب زمینی نشان عوض می شد. ای کاش برای چند لحظه به قامت مردی می نشستم تا آن کنم که در سر داشتم. اما در آن لحظه چه می توانستم بکنم؟ آنگاه که آن مردک بی‌ناموس عورتش را به من نمایان کرد، چه داشتم برای انجام دادن؟ ای کاش دیدگانم کور بود و هیچ برای دیدن در برابر نداشت. من که نمی توانستم در آن حال به فریاد درآیم. نمی توانستم آن مردک بی‌ناموس را بر سر جای خود بنشانم. اگر فریاد می زدم، اگر او را در برابر همگان رسوا می کردم، آبروی چه کسی به مخاطره می افتاد؟ چه کسی بی عصمت و بی عفت می شد؟ دیگران درباره‌ام چه فکرها می کردند؟ با خود نمی گفتند که این مردک بی‌ناموس چرا در بین این طیف بیشمار از زنان مرا انتخاب کرده و در برابر من عورت نمایی کرده است؟ آیا نمی گفتند که حقاً این زن هم کاری کرده است و مرد را به این کار واداشته است؟ آیا این جماعت بر آن هم فکر نمی شدند که ریشه تمام این فتنه ها از دل زنان است؟ نه مگر آنکه زنان همواره به کار جهان فتنه کردند؟ نه مگر آنکه زنان شراره های آتش را به سوی مردان فرستادند؟ نه مگر آنکه زنان مردان را از راه به در کردند و از آنان مردانی دور از باورها ساختند؟ اگر در آن حال و هوا فریاد می زدم، خودم رسوای آن مخاص می شدم یا آن مرد بی‌ناموس. ای کاش در آن حال ذره‌ای از وجود مردان را در خویش داشتم تا او را به جای خود بنشانم. از آن مردک سیب زمینی نشان که آبی گرم نخواهد شد، اما می توانم پسر ارشدم را آنگونه به بار بنشانم که ریشه این دیوانگان را بخشکاند، در برابر این بی‌ناموسان سینه ستبر کند و جواب این زشت خویی آنان را بدهد. اما آیا حال می توانم در باب چیزی که به من گذشته است با او صحبت کنم؟ آیا پسرم درباره من فکرهای بدی نخواهد کرد؟ آیا آبرو و شرف او به خاک و خون کشیده نخواهد شد؟ اگر به او گفتم و او از کوره در رفت، خواست تا گریبان بدرد و به پیش رود، در برابر آن بی‌ناموس چه خواهد گفت؟ چه توانه گفتن خواهد داشت؟ باید فریاد بزند تو در برابر مادر من عورت نمایی کرده ای. اما دیگران درباره او چه خواهند گفت؟ چه فکرهایی درباره او خواهند کرد؟ همه متفق القول بیان که مرا دیده باشند حکم به ناپاکیم خواهند داد. همه او را متهم به داشتن مادری بی‌بند و بار خواهند کرد. ریشه این فتنه ها از کجای برخاسته است؟ این زشت صفتی از کجا آمده است؟ نکند من زشتی مرتکب شدم که او خود را اینگونه مجاب کرده که میتواند هر چه میخواهد در برابر من بکند. ای کاش زمین دهان باز میکرد و من را به خود میبلید. ای کاش میتوانستم با قدرت گامهایم زمین را حفر کنم و به درونش منزل کنم تا دیگرانی نباشند تا به من چشم بدوزند. این آدمیان درباره من چه میاندیشند؟ همین مردک دیوانه که در پی فروختن سبزی‌های کپک زده خود است. آیا او درباره من فکرهای بدی نمی کند؟ آیا می داند چه به روز من گذشته است؟ آیا می داند امروز در اتوبوس در میان راه مردی عورتش را به من نشان داده است؟ در میان همه زنان حاضر در آن اتوبوس تنها به سوی من آمده، من را در میان آنان انتخاب کرده و آنگاه آن کرده که جان و جهانم را بسوزاند. آری، همه این را فهمیدند.
همه در این محله می‌دانند که چه به روز من رفته است. اگر نمی‌دانستند، از چه روی اینگونه به من چشم دوختند؟ از چه روی بود که راه رفتن من را تعقیب کردند؟ هر بار که به عقب برگشتم، نگاه‌های دنباله‌دار آنان را دیدم. در تمام مسیر سیر تعقیب آنان را به خود لمس کردم. حتما همه چیز را دانستند. حتما می‌دانند که چه به روز من گذشته است. اما در آن اتوبوس لعنتی کسی مرا ندید. کسی از آشنایان که نبود در ثانی. در آن حال که مردک بی‌ناموس آن کرد، کسی آن صحنه را ندید. من که دیدم و به جان سوختم، اما دم نزدم. همه را در وجود خود خاکستر کردم. همه آتش را به جان بردم و در حالی که از زجر سوختن آتش گرفته بودم، حتی دمی هم بر نیاوردم. اما اینان دانستند. اینان می‌دانند که من امروز بی‌عفت شدم. پاکیم به فنا رفته است. اینان می‌دانند که من در چه منجلابی غرق ماندم. اگر نمی‌دانستند که اینگونه با نگاه مرا تعقیب نمی‌کردند. اینگونه طول مسیر راه رفتن مرا دنبال نمی‌کردند. دیدی چگونه آن مردک بی همه چیز با آن صدای زننده‌اش گفت: محبوب خاتون، چیزی لازم ندارید؟ او دانسته چه به روز من گذشته. حال می‌خواهد خود را به من نزدیک کند. می‌خواهد با این راه برای خود رابطه‌ای با من بتراشد. آری، آنها فکر می‌کنند من هرزه شدم. شاید مرا با زنان خراب خود اشتباه گرفتند. ای وای، نکند به دلهایشان با من کاری هم کرده باشند. نکند در فکرهایشان به من دست درازی هم کرده باشند. آن مردک بی‌ناموس، آنگاه که عورتش را در برابرم نمایان کرد، آیا به دل با من کاری کرده بود؟ آیا در طول آن مدت مرا برانداز کرد و با خود رویایی ساخت که در آن من به کنیزی او درآمده بودم؟ ای کاش در همین نزدیکی خانه زمین دهان باز می کرد و مرا به درون خود می بلید. وای که از صدای زن همسایه بیزارم. خوبی محبوب خاتون؟ چه نازی به صدایش می اندازد. چه صورتی برای خود ساخته است. با آن چشمان سبز رنگش، با آن لبان قرمز کردهش، ابروانش را به مدد پرچینها چه کوچک و باریک کرده است. مطمئنم ساعتها به پشت آینه نشسته تا چنین صورتی برای خود بسازد و حال با آن کرشمه و ادا اطفال مرا بخواند. برای او چه ها کردند؟ آنگاه که به بیرون خانه می رود، چگونه مردان عورتشان را به او نشان می دهند؟ اما او که هرزه است. او که از دیدن آنها لذت می برد. مطمئنم که به ذهنش عورت آنان را با عورت همسرش هم مقایسه می کند. از صدای لوندش بیزارم. هرزه لکاته تنها برای همین هرزگی ها پا به جهان گذاشته است. فکر می کند من هم مثل خودش نافهمم. وقتی شوهر سیب زمینیم را می بیند، چه دلبری برایش به راه می اندازد. چگونه صدایش را با ناز بیشتر ادا می کند. آن بار را فکر می کند که از یاد بردم. خاطرم هست که چگونه از لای چادر چاک سینه هایش را به آقا سعید ما نشان داد. اما نمی داند که سعید ما سیب زمینی تر از آن است که بخواهد به لوندی های او پاسخی بگوید. نکند این هرزه برای پسرم دندان تیز کرده باشد. نکند به ذهنش برای او هم برنامه‌ای چیده باشد. نه سنش خجالت می کشد و نه از آن شوهر بیچاره که از صبح تا شب برای سیر کردن اینها حمالی می کند. وقتی می گوید خوبی محبوب خاتون، دوست دارم به جای گفتن به مرحمت شما بگویم به تو چه مربوط است زنی که یه هرزه. باید همین گونه به او پاسخ بگویم. باید به پسرم گوشزد کنم که بیشتر از او فاصله بگیرد. این زن شیطان است. این زن هرزه برای اخفال همه پا به زمین گذاشته است. وای که چقدر دلم برای این خانه تاریک تنگ شده بود. دوست دارم جایم را به وسط حال پهن کنم، چشمانم را ببندم، آنقدر بخوابم که دیگر هیچ از گذشته ها به خاطرم نیاید. همه چیز را از یاد ببرم. دوست دارم در خواب غرق شوم و دیگر به بیرون از خانه منزل نکنم. آن دخترک هرزه حالا در خانه چه می کند؟ شاید به خاطر همان بود که مردان جرأت کردند و به من عورت نمایی کردند. آری، همین است. در خانه‌ای که هرزگان جای داشته باشند، چنین رفتاری خواهد شد. حالا باز به اتاقش خود را حبس کرده. اما من که می‌دانم به ذهن فاسد او چه می‌گذرد. او هیچ به جز همین لاتایلات به ذهنش نمی‌پروراند. ذره‌ای اگر به او میدان دهم، فردا مثل همان زن همسایه خواهد شد. سینه اش را چاک می‌دهد و به مردان از جسمش می‌فروشد. نمی‌دانم در میان این کتاب‌ها به دنبال چه می‌گردد. اصلاً هدفش از خواندن این کتاب و دفترها چیست؟ باید روزی سر از کارش در بیاورم و بدانم
در دل آن کتاب‌ها چه نوشته است که این دیوانه این گونه مجذوب آنها شده است؟ نکند با پسری ارتباط داشته باشد؟ نکند برای پسری نامه نوشته است؟ شاید هم پسری به او نامه نوشته و حالا در حال خواندن آنها باشد. اما این رفت و شدها که چیزی به دستم نمی‌دهد. هر بار که به اتاقش می‌روم بدون آنکه چیزی دستگیرم شود، باز باید برگردم و به جای خود بنشینم. ای کاش به جای این کارها ذره‌ای به فکر خانه و خانواده‌اش بود. تنها چیزی که برای او معنی ندارد همین خانواده است. درستش هم همین است. هرزگان که چیزی از خانواده نمی‌فهمند. آنها که برای داشتن خانواده به زمین نیامدند. آنان آمده تا در هرزگی خود غرق شوند. آنان که نمی‌دانند معنای مادر و برادر و پدر چیست. از همین روز که حتی یک بار هم به یاد ما نمی‌افتد. اگر رهایش کنم تمام روز را در اتاقش می‌نشیند و جز برای دستشویی رفتن حاضر نیست نزدیک ما باشد. اما من باید که او را آدم کنم. باید او را سر عقل بیاورم. باید او را مطیع زندگی کردن کنم. باید از او آدمی بسازم که لایق داشتن خانواده باشد. هر بار باید چیزی را به او گوشزد کنم. گهگاه با خود فکر می‌کنم که آیا او ذره‌ای از عقل بهره برده است؟ مگر می‌شود حتی یک بار هم به یاد درست کردن غذا و تمیز کردن خانه نباشد؟ اما به سرعت خود را تصحیح می‌کنم که او عقل کافی را دارد، اما هرزگان که این موضوعات برایشان اهمیتی ندارد. مثلا کی دیده‌ای که زن همسایه در حال درست کردن رب باشد؟ کی دیده‌ای که ترشی بگذارد و مربا بپزد؟ او تنها به فکر قروفرهای خود است تا بیشتر سینه‌اش را بشکافد و دل مردان دیوانه را به چنگ آورد. حتی یک بار هم نشد که در جواب خواسته من چشم به زبان بیاورد. ای کاش ذره‌ای عفت به دل داشتی. ای کاش به جای تو سنگ زاییده بودم، نه چنین مایه‌ای از آبروریزی. یک بار چشم دهانش نمی آمد. هر بار گستاخ‌تر از بار پیش با گردنکشی همان می کند که خود در سر پرورانده است. هر بار باید همان حرفهای تکراری را به او گوشزد کنم تا باز همان کار را با هزاری کاستی به بدترین شکل انجام دهد. هیچ بار به یاد خانواده‌اش نیفتاد و نخواهد افتاد. تنها دل مشغولیش همان است که زن همسایه به سر می‌پروراند. لوازم آرایش تازه بخرد. سر و صورتش را برای عرضه به مردم بیالاید. آخرین قروفرها برای چیست؟ به جز هرزگی برای اینکه خود را بیالاید برای چیست؟ ای وای، جانم به آتش میآید آنگاه که فکر می‌کنم این دختر خیره سر برای خودش شورت خریده است. آن هم نه شورت معمول که بندی برای پوشاندن تن و بدنش دست و پا کرده تا چه کسی آن را ببیند و از دیدنش چه به حال و روز او بیاید. ای کاش آن بار که آن لباس زیر را بر تنش دیدم آنگونه آن را از تنش پاره نمی کردم و بیرون نمی کشیدم. ای کاش آن بار تنش را می سوزاندم و داغدارش می کردم تا بداند این بی‌حیایی ها چه به روز آدمی خواهد آورد. آخر تن خود را برای چه می آلایی؟ که چه نصیبت شود؟ خود را هرزه می کنی که چه به دست آوری؟ ای ننگ بر من که چنین دختری پروراندم. ای کاش در بزرگ کردنش بیشتر تحمل کرده بودم. ای کاش بیشتر زمان صرف کرده بودم و ای کاش نمیگذاشتم تا هر کس و ناکسی را در زندگی ببیند. همین زن همسایه خود بدترین معلم هاست، اما از اینان که در اطراف ما کم نیستند. همین دختران و همکلاسی هایش، اصلا همین دختران در خیابان ها که خود را به هرزگان بدل کرده تا خود را به حراج برای دیگران بگذارند. همین ها بدترین معلمان در راه او هستند. یا نه آن دختران فامیل کثیف پدری، آنها هم کم به او نیاموختند. ای کاش در تربیت او تدبیر بیشتری کرده بودم. ای کاش نمیگذاشتم با آن دریدگان هم کلام شود. ای کاش نمیگذاشتم با آنها نشست و برخاست کند که دست آخر شورت بندی برای من نپوشد و اینگونه خود را به هرزگان بدل نکند. تمام مصیبت من از وجود همین دختر سرچشمه گرفته است. اگر امروز چنین بلایی به سرم آمده است، اگر امروز اینگونه عورت نمایان کردند، حتما از داشتن این دختر ناخلف است. شاید این مجازات من به دنیاست تا خداوند به من بفهماند که در تربیت طفل خود کوشا نبوده ای، که همرنگ با جماعت هرزگان شده ای و باید بیشتر حواست را به تعلیم او فرادهی. شاید اینها از درد همین بدبختی است. راه گلویم تنگ شده. نمیتوانم بخوابم. نمیتوانم در گوشه‌ای آرام بگیرم. حواسم را بر آنچه بر من گذشته است نمیتوانم بدهم.
اگر اینگونه دراز بکشم و ادامه دهم، شاید از تنگی نفس سقط شوم، یا باید به آن سیل قرصای خواب پناه ببرم و این مصیبت را اینگونه خاتمه دهم که باز بعد از بیداری به همراهم است، یا باید با کسی حرف بزنم، باید خود را خالی کنم و این درد را با دیگری در میان بگذارم. شاید از غم و اندوهم کاست، شاید مرا ذره‌ای تسکین داد. خواهر جان، چه می‌کنی؟ هیچ، دعاگوی شما هستیم. باز با این سوسن دهان به دهان شدم. دیگر برایم حال و حوصله‌ای نگذاشته است. مگر چه کرده دوباره جان خواهر؟ هیچ. امروز وقتی از آرایشگاه به خانه برمیگشت، پشت پنجره بودم. دیدم چادر از سرش برداشته و سلانه سلانه به خانه می آید. می گویم زن ناحساب، این چه چهره‌ای است برای خود ساخته ای؟ چرا چادرت را سر نکرده ای؟ می گوید هیچ مادر جان، برای مهمانی فلان انتر آماده شدم و حوصله چادر سر کردن نداشتم. می گویم آخر زن ناحساب، ما در میان همسایگان آبرو داریم. نمی گویند عروس فلانی چه بیبند و بار است؟ فردا پشت سر ما چه خواهند گفت؟ بعد از کلی جر و بحث آخر صدایش را به سرش می اندازد و می گوید دوست دارم. دیگر نمی خواهم چادر به سر کنم. تو چه کردی خواهر؟ از کنارش به همین سادگی گذشتی؟ به اینان رودهی فردا آستر هم خواهند خواست. نه خواهر من. به این سادگی چیست؟ بگذار شب شوهرش به خانه بیاید. برایش برنامه‌ای ساختم که تا پایان عمر از یاد نبرد. چنان کتک مفصلی خواهد خورد که از این به بعد با شنیدن نام چادر به یاد خاطره امروز بیفتد. اینها را فراموش کن خواهر جان. از خودت بگو. چه شده است که به یاد من افتاده ای؟ هیچ عزیز دلم گرفته بود. میخواستم با کسی حرف بزنم و دیدم من که جز تو سنگ صبوری ندارم. بگو جانم چه شده است؟ چرا دلت گرفته است؟ باز آن دخترک کاری کرده است؟ خواهر، دست بر دلم نگذار که خون است. نمیدانم با او چه کنم. نمیدانم چه باید کرد که او را سر عقل آورد. چندین بار به تو گفتم. تنها حرفهای تو گره‌گشا نیست. باید ذره‌ای هم آقا سعید دست به کار شود. آخر خواهر من، تو که سعید را میشناسی. او سیب زمینی بی بخار است. چگونه او را دست به کار کنم؟ اصلا برایش این موضوعات موضوع قابل ارزی نیست. خواهرم راه دارد. باید او را به باغ بیاوری. باید برایش موضوع را مهم جلوه دهی. همین گونه که نمی شود. حالا چه کرده که این گونه باز به هم ریخته ای؟ هیچ خواهر جان. تمام روز فکرم معطوفش است. به کارهایی که تا کنون کرده است فکر می کنم. به یاد گذشته ها می افتم و تمام جانم آتش می گیرد. آخر این چه سرنوشتی بود که ما داشتیم؟ این چه بی‌اسمتی و بی‌عفتی بود که دامان ما را گرفت؟ چگونه این دختر دنیای ما را به آتش کشید؟ خواهر جان، چگونه به تو بگویم؟ از چه برایت بگویم؟ از کجای این داستان شروع به گفتن کنم؟ اگر بگویم که امروز چه به روزم گذشته است، تو چه فکرهایی درباره‌ام خواهی کرد؟ آیا قضاوت تو درباره‌ام تغییر نخواهد کرد؟ آیا تو مرا هرزه نخواهی پنداشت؟ اگر بدانی کسی جرأت کرده و به خواهرت عورت نمایان کرده است، باسم آنگونه که از گذشته به من نگاه می‌کردی نگاه خواهی کرد. چگونه از دردم بگویم؟ چگونه بگویم که امروز دوباره جانم آتش گرفت؟ دوباره سوختم. چگونه بگویم که چه به روز جهانم آمده است؟ چگونه بگویم که بی‌عصمتم کردند؟ باید با کسی حرف بزنم و ذره‌ای خود را از این هجوم برهانم، اما توان گفتن حقیقتم نیست. آری، حق هم همین است. اگر باید به تو بگویم، باید که از مسبب این اتفاق شوم بگویم. از آن دختری که در 7 سالگی این ننگ را به دامان ما زد و حال ما در این برهوت می سوزیم. باید به تو از او بگویم که مسبب تمام بدبختی های ماست. تو که از گذشته من باخبری. تو که می دانی من پیش از ازدواج چگونه بودم. تو که می دانی من هیچگاه خود را برای بروز به دیگران آماده نکردم. تو که می دانی من در چه پاکی تمام جان و تنم را حفظ کردم و تنها وجودم را سعید دریافت. آن هم به اکراه وجودم را در اختیار او گذاشتم. تو که می‌دانی من چه پاکتنانه زندگی کردم. من چگونه از پاکی تنم محافظت کردم. چه کسی جرأت آن داشت تا عورت به من نشان دهد؟ خواهر، تو که همه اینها را می‌دانی و حال اگر بدانی چه به روز من گذشته است، آیا بازم پاکی گذشته‌ام برایت همان رنگ و بو را خواهد داشت؟
پس باز هم برایت میگویم. از ریشه این درد میگویم و از آن اتفاقی میگویم که دنیای ما را به اینجا رساند. میگویم و گریه میکنم. به همه دنیای خود گریه میکنم. آنقدر گریه میکنم که اشکای جاری از چشمانم تنم را پاک و مطهر کند. دوباره مرا به همان جایگاه پیشین بازگرداند. اما خواهر، به من حق بده که از حقیقت ماجرا چیزی به تو نگویم که نگاه تو هم به من تغییر خواهد کرد. با تو حرف زدن ذره‌ای مرا آرام می کند. این اشک ریختنها، این سخن گفتنها، این همدردیها و اینکه تو تا چه حد مرا محق می دانی، اینکه تو هم مثل من باور داری که ریشه بدیهای دنیایمان همین هرزگی هاست، اینکه باید در برابر این هرزگی ها ایستاد، اینکه مرا در این فکر مدد می رسانی که اگر ما به مکافات افتاده ایم از همین هرزه انگاری هاست، اینکه وقتی با تو صحبت می کنم ایده های تازه می گیرم، اینکه بر فکرهای خود استوارتر می شوم و بیشتر می دانم که باورهای من حجتی در خویش دارد و تمام این حجت را از وجود تو گرفتم. خواهر جان، صحبت کردن با تو همه وجودم را آرام می کند و چه خوب است که می دانم و می توانم هر از چند گاهی با تو هم کلام شوم و دردهایم را با تو در میان بگذارم و تو راهکارهای درستی به من می دهی تا دوباره سراپا شوم. حال نفسم سر جای آمده. ساعتی سخن گفتن با آن خواهر دانا که از همه چیز با خبر است، او که نماد پاک سیستم بر جهان است، مرا آرام می کند. باید که آن یگانه پسر را دریافت. باید او را آنچنان بال و پر داد. باید او را از شر این فاسدین دور کرد. از آن زن همسایه که یک نیستند. هزاری از اینان در جای جای این محله پر شدند. آن پونه بی همه چیز. فکر می کنند من نمی دانم که چگونه به پشت پنجره می آمد و چگونه با لوندی می خواست پسرم را از راه بدر کند. فکر می کند نمی دانم که چگونه برای پسر ارشد من نقشه ها کشیده تا به دام فتنه خود او را بیاندازد. فکر می کنند من هیچ از دنیایشان نمی دانم. با خود فکر می کنند نمی دانم که این هرزگان چه بر سر می پرورانند. چگونه حقش را به کف دستش گذاشتم. آنجا که با چشمان دوخته به من عاجزانه گفت آرزوی من عروس شدن شماست. خوب به حسابش رسیدم. پاسخش را به هرزگی‌هایش دادم که با این فتنه‌گری نمی‌تواند پسر ارشد مرا از من بگیرد. هرزگان تن و بدنشان را در اختیار می‌گذارند و با خیال خام آنکه بتوانند با این فتنه مردها را به دام بیاندازند پیش می‌روند، اما من که نخواهم گذاشت هرزه‌ای عروسم شود. دختری که خود را به آغوش پسری سپرده است هرزه است و لایق زندگی کردن با مرد کاملی مثل امیر من نخواهد بود. او زنی باید داشته باشد به پاکی برگ گل، دست نیافتنی و در دور دستها، نه دختری فاسد که جانش را به هرزگی فروخته است. چگونه پایش را از زندگی پسرم بریدم؟ چگونه تهدیدش کردم که اگر ادامه دهد همه چیز را به خانواده‌اش خواهم گفت؟ تن در اختیار گذاشته اش را با همگان مطرح خواهم کرد. چگونه این هرزه را از زندگی پسرم دور کردم؟ اما دختر من که این گونه نیست. او کمی سر به هوا هست. میتوان او را مهار کرد و از او زنی پاکدامن ساخت. تنها باید حواسم را به او دهم و نگذارم دست با خطا کند. چرا در خانه نیست؟ چرا به آشپزخانه نمانده است؟ چرا غذا نمیپزد؟ باز دوباره در حال چه کاری است؟ دوباره به کجا وامانده و چگونه خود را به هوایی سپرده است؟ حتی نمی شود برای ثانیه‌ای از او غافل شد. باید همه خانه را به دنبال او بگردم. باید همه جا را به جستجوی او باشم. اگر از خانه بیرون رفته باشد چه؟ اگر با یکی از پسران همسایه قرار داشته باشد چه؟ یا حضرت عباس، اگر در حال کار دیگری باشد چه؟ خدایا خودت به من کمک کن. او را از شر این هرزگی امان دار. تمام مسئولیت این خانه به دوش من است. از آن سیب زمینی که هیچ بر نمی آید. همه کار را به من سپردند و باید که او را ادب کنم. مگر پشت بام جای دختر است؟ پشت بامی نیمه ساز که از اطراف دید هم دارد. دختر تنها، آن هم بی لباس کافی، مگر به پشت بام می رود؟ اگر کسی او را در این حال دید چه؟ اگر پاهایش را می دیدند؟ ای وای، اگر موهایش را می دیدند؟ چگونه می توانستم دیگر در این محله سر بلند کنم؟ به او گفتم غذا بپز، به پشت بام رفت. سر به هوایی و پشت گوش انداختن را می توانم از یاد ببرم، اما هرزگی را هرگز. اگر می خواستی این کار را نکنی، حداقل به همان قبر خودت و اتاقت می رفتی. می خواهی آبروی ما را ببری؟ می خواهی ما را نشاندار خاص و عام کنی؟ می خواهی هیچ از حیثیت ما به جای نگذاری؟
کاری که سعید هیچ وقت نمی کند را باید که خودم می کردم. مگر نه اینکه خواهرم گفت. مگر نه اینکه باید او را به تقاص این دیوانگی ادب می کردم. حالا ذره‌ای گریه می کند و تاول و رد آن ضربه ها هم به فراموشی سپرده می شود. اما همیشه به خاطر خواهد آورد که پشت بام جای دختر تنها، آن هم با آن لباس ها و در آن وضعیت نیست. هر بار که نام پشت بام را بشنود، خاطره امروز برایش تداعی خواهد شد و خواهد دانست که این کرده از کارهای ممنوعه در این خانه است. کاری که به دوش سعید بود را من کردم و از این کار راضیم. دیگر نیازی به برادرش نیست. اما اگر زبان درازی کرد، می توانم به او هم گوشزد کنم تا باز به حسابش برسد. اما فعلا که خاموش است، فعلا که چیزی برای گفتن ندارد، می توان او را در همین خاموشی نگاه داشت. اگر بازکاری کرد، این بار به برادرش خواهم گفت. باید غذایی بپزم. از این دخترک که آبی برای ما گرم نشده. فکر می کنم تخم مرغ غذای خوبی باشد. سعید هم به این غذا عادت دارد و از آن لذت می برد. در ثانی، من با این همه مشغله، با این همه افکار، چیز دیگری نمی توانم درست کنم. کلی فکر برای کردن دارم و باید به آنها رسیدگی کنم. باید راههای بهتری در پیش گیرم و به راه حل‌های بهتری برسم. پس همین تخم مرغ برایشان کافی است. اگر مدام ناله می کند، اگر صدای ناله هایش تا به حال می آید، حقش بود. باید او را به این گناه تنبیه می کردم. باید به او می فهماندم که این خبط بزرگی است. باید او را از این کار باز می داشتم و باید که آبرویمان را حفظ می کردم. چرا باید فکر کنم؟ چرا باید اعصابم را خراب کنم که چرا با او اینگونه کردم؟ چرا باید عذاب وجدان داشته باشم؟ چرا باید به سمت او بروم تا از دلش بیرون آورم؟ نه، این حق او بوده است. این مجازات ما از دنیای او آمده است. من نباید خودم را درگیر این فکرها کنم. نکند سرش خونی شده باشد. با آن ضربه هایی که من زدم، اتفاقی برای او نیفتاد. آیا بدنش کبود شد؟ آیا درد بسیار تحمل کرده است؟ باز این دل رئوف و مهربان مانع تعلیم درست او شده است. باید به این فکر کنم که این روش آموزش من برای زندگی بهتر خود اوست. من میخواهم او مثل هرزگان نباشد. من میخواهم او پاک دامن‌تر از گل به جهان باشد و برای ما تا جهان هست بدرخشد. اینها همه برای اوست. نباید به چیز دیگری فکر کنم. در حال حاضر باید طبخ تخم مرغ فکر کنم که شکم یگانه پسرم را سیر کند. فردا باید برایش غذای بهتری بپزم. این قول را همین الان به خود خواهم داد که فردا غذای بهتری برای او در نظر بگیرم. AvoyaBook.com کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش 3. این درد خانمانسوز تمام جانم را در می نوردد و به پیش می رود. آخر این چه دردی است که هر از چندگاهی باید با آن دست و پنجه نرم کنم. خون و نجاست تمام وجودم را گرفته است. اوقاتی که این درد به جانم رخنه می کند، بیشتر از گذشته به یاد خاطرات می افتم. هجوم این خاطرات خفه کننده تر از درد مهلک همراه من است. آری، خاطرات تمام جانم را زخمدار می کند. یاد آن روز که با محبوب خاتون به جلسه‌ای در مسجد رفتیم. یاد آن روز و آن زن درشت هیکل که خود را به درون چادر مدفون کرده بود. آی ایها الناس، ما همه زن هستیم و در اینجا خبری از مردان نیست. خبری از آن هیزان و شهوت پرستان نیست که ما را ببینند و از دیدنمان تحریک شوند. اما این جسم شیطانی ما زنان که همواره به دنبال ماست. ما که نمیتوانیم از شر این هیبت آسوده بمانیم. اگر دری به تخته‌ای خورد و یک باره مردی وارد شد، چه باید کرد؟ درست همان راه حل زن قوی هیکل است. همان زنی که با موعظاتش همه را به فکر فرو میبرد. او علامه دهر است. اوست که درس فقهی خوانده و بیشتر از ما از ارکان دین مطلع است. آنگاه که میگوید این حجاب نداشتن ما و رعایت نکردن حجاب شرعی آتش به جان خانواده ها میاندازد، حق با اوست. هرچه باشد، او که بیشتر از ما در این باب خوانده و دانسته است. شاید هم نزدیکی خاصی به خداوند عزوجل داشته باشد. شاید هم فرامین خداوندگار جهانیان برای او فرستاده شده است. هر چه باشد، او بهتر از ما می‌داند و این گونه با تقوا خود را به درون چادری مدفون کرده تا مبادا مردی وارد شود و او را در هیبتی بی سر و سامان ببیند.
مثلا با دیدن موهای افشان او که باری دیدم و بیشترش ریخته، شاید که قدرت از کف دهد و بخواهد کار ناشایستی با او بکند و یا حتی به فکر و دلش مرتکب گناه بزرگی شود. این زن دانا و عاقله بهتر از ما می‌داند که باید چگونه آن موها را از دیدگان مردان بوالهوس دور کرد تا نه او و نه دیگران به دامان گناه و معصیت نیفتند. به راستی این جسم در برابر ما تا چه سان توان بیبند و بار کردن مردان را خواهد داشت؟ چه آتش‌ها به جهان خواهد سوزاند و امت خداوندی را به دامان چه زشتی‌ها خواهد انداخت؟ باید که هرچه از این اجسام است را بپوشانیم و از آنان دریغ کنیم تا مبادا آنان به دامان گناه بیفتند و یا ما به واسطه نمایان کردن خود به دامان هرزگی بیفتیم. ای وای، باز هم همان واژه همیشه همراه به جانم. دوباره خواندن نام هرزه و هرزگی که ذره‌ای از جان ما زنان دور نخواهد شد. اما مردان چه؟ آنان از چه کلمه‌ای بیشتر به هراس می‌افتند؟ آیا آنان هم چنین واژگانی را دنبال می‌کشند؟ آری، حتما که آنان هم هرزه و بیشتر از آن بوالهوسند. آنان هم به دامان زشتی مبتلا ماندند و بیشتر آدمیان در این چاه اسیر. اما از چه روی ما این گونه زاده شده ایم؟ موجوداتی که تا این حد در دامان شهوت اسیر مانده ایم. مردانی تا این حد حریص و بوالهوس و زنانی که به تلنگری به دامان هرزگی خواهند افتاد. اگر ذره‌ای از جسم ما برون ماند چه خواهد شد؟ اگر موی ما را دیدند و یا نعوذ بالله از بدنمان، مثلا ران پایمان بیرون ماند چه می شود؟ نه آنکه عرش خداوندی به لرزه خواهد افتاد، نه مگر آنکه آتش و فتنه به بار خواهد نشست. چه بر سر این امت خداوندی خواهد آمد؟ چه خواهند کرد و چه سرنوشتی خواهند داشت؟ خاطره سخنهای آن زن درشت هیکل که اگر اور و لخت هم به میان مردان میرفت کسی به او نگاه نمی کرد، ذره‌ای از وجودم دور نمی شود. چنین می گفت: اگر موهایتان را برای مردان بگشایید و آنان را به این گناه تحریک کنید، به فردایی در دور دستها به جهان آخرت و قیامت از همان موهای افشان شده آویخته خواهید شد. آتش سوزان و سرب داغ به جانتان خواهد نشست. از پستانها آویزان خواهید ماند. این پستانهای آویزان زنان چه فتنه‌ها به بار خواهد آورد. باید هم که به فردا خداوندگاری به تخت بنشیند و زنان را همواره از پستانها آویزان کند. اما نه مگر آنکه با همان پستانها کودکان را شیر دادند. و مگر به درون آنان چه نهفته است که با نمایان شدنش هم مردان به فتنه در آمدند، هم زنان به هرزگی خوانده شدند و در آخرتی به نزدیکی و دوری همه زندگی‌هایمان را از آن آویزان نعره خواهیم زد. اما زن درشت هیکل بسیار از آخرت و جهان ما می‌دانست. او همه عمر را برای خواندن و دانستن همین ماجراها سپری کرده بود. او همه عمر را برای علم خداوندی صرف کرده بود و لاجرم از ما بیشتر می‌دانست. اما سیمایش هیچ از ذهنم دور نمی‌شود. با آن دماغ بزرگ و خال در کنارش، با آن هیبت پرچربی و افتاده‌اش، با آن موهای ریخته و نادارش. چندی او را اور تجسم کردم. هر بار که او را دیدم، هر بار که بر صندلی به بالای مجلس نشست و از آخرت گفت، از پستانهای آویزان مانده گفت، هر بار که از جهنم سخن راند، از حجاب و در امان ماندن و مروارید درون صدف گفت، او را اور در برابرم تجسم کردم. هیکل پینه بسته‌اش را در برابرم تصویر کردم. شکم افتاده‌اش که حقاً تا روی شرمگاهش را گرفته بود. پستانهای آویزانش که تا روی شکمش می آمد. موهای ریخته و صورت از شکل افتاده‌اش را. آنقدر برایم بافت، آنقدر برایم از لخت و اور ماندن زنان گفت، آنقدر از پستانهای بریده و آویخته به آسمانها نقل کرد، آنقدر از موهای افشان زنان و فتنه در کار خداوندی گفت که دیوانه شدم و هیچ جز اندام او در برابرم نبود. هر بار او را به قامت اور در برابر در خیابانهای شهر تصور کردم و با خود گفتم اگر او اینگونه اور به خیابان برود، آیا مردی به او نگاه خواهد کرد؟ آیا مرد به ذهن هم دچار گناه خواهد شد؟ آیا در خیالاتش هم که شده با تن او کاری خواهد کرد؟ زنگ صدای دنباله‌دارش لحظه‌ای رهایم نمی‌کرد. حتی برای ثانیه‌ای ترکم نکرد و آن صدای دنباله‌دار را دوره می‌کردم. چه آرام و شمرده کلمات را ادا می‌کرد. این آرامگویی و تکرار کلمات و جملات گذشته حرفایش را تا دور زمانی به ذهنم باقی می‌گذاشت. هر بار به یاد گفته‌هایش می‌افتادم و آنها را دوره می‌کردم.
آیا کسی به جمعتان قاعده است؟ ای وای، این درد قاعدگی امکانم را بریده است. باز دردهای مداوم و مزمن. باز خونریزی و نجس شدنمان. کسی به جمعتان نباشد که مبادا صحن مقدس مسجد نجس شود. باز هم نجس شدم. باز هم مرا کثیف و هرزه خواندند. بارالها، این چه خلقتی بود که ما این گونه هر بار و هر ماه نجس شویم؟ چند روزی ما را نجس انگارند و به خانه‌ات راهمان ندهند. او گفت و از انجاز خواندنمان نقل ها کرد. اما من با همان تن نجس بارها به خانه‌ات آمدم تا با تو سخن بگویم این نجس خلق توست، تو آفریننده و خواننده این انجاز شده ای. آمدم تا بگویم ما که هیچ از شهوت نمی دانستیم، اما به همان کودکی و به خلوت داستانش را برای ما نقل کردی. آنگاه که نگذاشتند به بازی کودکانه من مشغول شویم، راز شهوت به نظاره من گشودند. بارالها، آنان برای من خواندند و گفتند که پسران دور از دنیای مایند. آنان به اندام ما نظر انداخته، اما ای صاحب برجهان، آنان هیچ از جان ما نمی دانستند. آنان به کودکی ما بودند. موهای بر سرمان که افشان بود، آنان را به تحرکی وا نداشت. ران پایمان به مانند ران پای همانان بود. اما ناگاه آمدند، ما را از هم دور کردند و پس از چندی چادر به روی من کشیدند تا آنان ندانند به زیر آن پارچه های مشکی بلند چه برآمده است، چه وجود دارد، و هر بار با دندانهایی تیز شده تر به کمین نشستند. ما همان دوستان دوران کودکی بودیم. آنگاه که هیچ از شهوت ندانست و آرام با یکدیگر بازی کردیم، اگر ران پایمان، حتی اگر پستانمان هم دریده میشد، کودکی به کنارمان بود تا آن را تیمار کند. اما بارالها، امروز چه؟ اگر پستان بریده ایمان به زمین بماند، باز هم مالک آن پستان بریده محکوم به هرزگی است. این درد نفسم را بریده است. هر بار که به جانم رخنه می کند بیشتر دیوانه می شوم. این نجس بر خاک مانده که حق گفتن ندارد. باید که به درون سینه‌اش هر بار همه را دوره کند. هر بار همه را برای خود و به خلوت خیش بخواند. باز هم آن زن درشت هیکل گفت و ادامه داد. هر بار برای من تکرار کرد. از هرزه شدن، از هرزگی‌های زنان، از چشم ناپاک مردان، از این حریص بودن و بلهوس شدن مردان. اما هیچ بار حتی یکی از جمع زنان برنخواست و فریاد نزد. ای دانا زن عاقله، این مردان و زنان که می‌خوانی فرزندان و مادران و خواهران و برادران مایند. اینان که از دنیای دیگر به جهان ما پای نگذاشتند. اینان که از کره دیگری نیستند. اینان همین وجود پرزشتی ماست. مردانی تا بدین حد بلهوس و حریص، زنانی که همه یا هرزند یا در شرف هرزگی و یا به تلنگری هرزه خواهند شد. باز باید به درون رفت و در برابر همه ایستاد تا مبادا هرزگی به جانمان بیفتد. و حال باز هم یکی از همان هرزه خوانده شدگان در این بستر پردرد در برابر همان پنجره همیشگی در نجاست خود وامانده است. برای در امان ماندن از این نجاست درونمان چه باید کرد؟ باید چیزی گذاشت تا خونمان زمین نریزد، اما نام آن را بردن هم کراهت است. چگونه به پدر بگویم که عادت ماهیانه شدم؟ برایم درمانی می‌جویی؟ اگر به برادر بگویم که هرزگی همه وجودم را در بر خواهد گرفت و مادر، او که از این لفاظی‌ها بیزار است. نام بردن هرچه که موجودیتی از زنانگی در خود دارد عین نجاست است. خوب شد که او جای خدا ننشست. حقاً اگر او بود همه روزهای سال ما را نجس می‌خواند. باز هم شکر از آن خدا که در ماه روزهایی ما را نجس خوانده است. محبوب خاتون عادت دارد که نوار بهداشتی را کارتون خرید کند. آخر او می‌داند که همه مردان در فروشگاه در زمان خریدن این شیء شیطانی می‌دانند که او چگونه نجس شده است. شاید هم به دل عورتش را تصویر کردند و این جسم برجان مانده او در خون و کثافت را دیدند. دختری که من باشم هیچگاه حق خریدن چنین شیء شیطانی را نخواهد داشت. او نمی‌تواند به فروشگاه برود و با نوار بهداشتی در دست از آن خارج شود، چرا که تمام مردان در فروشگاه در انتظار آمدن او نشستند تا بعد از خروج او به دل و در خیال به عورت خونی او تجاوز کنند و محبوب خاتون است که خود را پیشمرگ من خواهد کرد و یا پدر را خواهد فرستاد تا از عمده فروشان لوازم بهداشتی 2-3 کارتون خرید کند. تا آنجا مردان در فروشگاه به او نگاهی بیندازند و به دل بگویند
این مرد هم دندان تیز کرده تا به عورت خونی زنان برای خرید نوار بهداشتی تجاوز کند. اما چه مردان شریف و دانایی که این شیء شیطانی را به درون پلاستیک‌های مشکی لانه می‌دهند تا مبادا دیگری آن را در ملأ عام ببیند و به ذهن به صاحب آنها نظر بدی بیندازد. مثلا اگر مردی برای همسرش آن لکه شیطانی را خرید چه؟ حتما آن مردان خیال پرداز می توانند در خیالاتشان زن او را تصویر کنند که چه سیمای آشنایی دارد و به عورت خونی او هم تجاوز کنند. فکر به ماندن در میان این جماعت که همه چیز را به عورت و آلت خواندند هم دیوانه کننده است. بعضی اوقات و در خیالم فکر می کنم هرگاه که بیرون از خانه‌ام همه مردان مرا به چشم عورتی عور در خیابان می بینند. حال آنکه خود را به پستوی چادری نهان کردم. اما این مردان که قدرت تشخیص زن مردی که نوار بهداشتی خریده است را دارند. پس منی که صورتم نمایان است دیگر سوژه بهتری برای آنان هستم. وا مصیبتا! این درد تمام جانم را دریده است. به تمام وجودم رخنه می کند و نمی توانم روی دو پا بایستم. هر قدر قدرت ایستادگی از وجودم کم می شود، در ازایش قدرت فکر به من افزوده شده. بیشتر فکر می کنم، بیشتر به دالان افکار و خاطرات غوطه می خورم. خاطره آن روز که امیر را در حال برداشتن لباس زیر تازه دیدم، خرخره‌ام را جویده است. آنگاه که سلانه در حالی که سوت میزد و شادمانانه در خانه میچرخید، در میانه روز آمد و لباس زیرش را عوض کرد. من به ناگاه بی تمایل این صحنه را دیدم. نه صحنه لباس عوض کردن او را، صحنه برداشتن لباس زیر تازه اش را. آن روز تا کجاها که فکر نکردم. به همه دنیای او سرک کشیدم. بیچاره پونه را هم در این تصورات بی‌اسمت کردم. آری، او آمده بود تا در میانه روز لباس زیر خود را عوض کند، چرا که او می‌خواست با پونه آن لحظه از روز رابطه برقرار کند. چرا لباسش را عوض کرد؟ چه لزومی برای عوض کردن آن لباس داشت؟ مگر همان لباس قدیمیش چه مشکلی داشت؟ او این همه راه را آمده بود تا لباس زیرش را عوض کند، برای چه کار؟ حقاً مطمئن بودم که او می‌خواهد با دختری رابطه برقرار کند و چه آسان که آن هرزه را پونه بینگارم. و بعد از رفتن امیر پشت پنجره کشیکش را کشیدم. اما برخلاف باور من، او که به خانه پونه نرفت، از کوچه دور شد. همانجا بود که دانستم او برای رابطه داشتن با دختر دیگری رفته است. به دل هزاری داستان بافتم و خواندم که او جز پونه با دختران و زنان بیشتری رابطه برقرار می کند. چقدر بر این اندوخته ها باور داشتم و تا چه حد بر آنها صحه می گذاشتم. برایشان داستان‌های تازه‌ای می بافتم و هر بار امیر را در برابر زنی در هرزگی و بلهوسی غرق می کردم. از همان روز شد که دیگر نتوانستم در برابر او بنشینم و با او هم کلام شوم. در برابرش راحت باشم، حتی دوست نداشتم تا او به من دست بزند و نزدیک شود. از تماس و کلام با او پرهیز می کردم. اما به آخر تمام این قضایا ندانستم از او بیزار شدم و یا از خودی که دنیا را تا این حد جنسی و بیمار دیدم. ای زن درشت هیکل، ای محبوب خاتون، ای خاله جان عاقله، همه شاد باشید و پیروز که من هم به دامان دیوانگی شما دچار شدم. هیچ نیست اگر امیر به خانه می آید، اگر لباس زیرش را عوض کرده است، اگر در میان این عوض کردنها سوت هم می زند، حقاً او برای رابطه جنسی داشتن با زنی خود را آراسته است. حتی ذره‌ای برای موضوع دیگری احتمال در میان نیست. مثلا شاید لباس زیرش کثیف شده. نه، مگر او زن است. مگر او هم نجس می شود. این ننگ تنها برای زنان است و در کنار اینها آن سوت زدنها چه معنایی دارد؟ همان سوتها تمام ماجرا را روشن خواهد کرد. او نمادی از بلهوسی مردان بر زمین است. چقدر تلخ و دردناک که نمیتوان در برابر او هم راحت بود. اگر ران پاهای مرا دید چه؟ اگر پستانهایم در میان کار کردن نمایان شد چه؟ اگر دستهایم به نمایش درآمد چه؟ نه مگر او برادر من است؟ نه مگر در دیر زمانی با هم آرام بازی می کردیم؟ نه مگر با هم آسوده و راحت بودیم؟ اما حال در این دنیای تصویر شده که زنان هرزه و مردان بلهوسند، اگر او به من دست درازی کرد چه؟ اگر شلوارم تنگ بود و او اندام پرشرم مرا دید چه کنم؟ اگر به اندامم چشم دوخت چه؟ خوب خاطرم هست آن زمانی که داشت به من نگاه می کرد. نگاه هرزه او به نوک پستانهای من بود.
او داشت مرا زیر نظر می گرفت. نکند در خیالاتش به من تجاوز هم کرده باشد. چه تفاوتی میان او و آن مردان که از روی نوار بهداشتی به عورت خونی زنان تجاوز کردند؟ اینان همه از یک ریشه و از یک وجودند. آنان همه مرد و بوالهوسند. حال آنکه در آن نگاه دنباله‌دار او، آنجا که من برخاستم و از او دور شدم، باز هم به همان نقطه که در دیر زمانی نوک پستانهای من بود چشم دوخته بود. آیا نگاه او به نقطه‌ای سو رفته بود؟ نه، هرگز. او می‌خواست با این کار خاطر من را از واقعیت دور کند. او می‌خواست با این کار باعث شود تا من حتی ثانیه‌ای با آن نیتشون فکر نکنم و نتوانست مرا به این حماقت سوق دهد. باری باید به زن درشت هیکل و محبوب خاتون بگویم که آیا میتوان زنان را در میان چادر بیشتر از آن دفن کرد تا هیچ از آنان نمایان نباشد؟ حتی ذره‌ای از صورت آنان که مردان را به تحریک واداشته و آنان در خیال شاید بتوانند از آن صورت به عورت دست یابند و هرچه در خیال شوم دارند پیش برند. اما وا مصیبتا که مردان از این هم بوالهوس‌ترند و کار را بیشتر به پیش بردند. آنان زن ندیده را در خیال تصویر می کنند و با آن هرچه می خواهند کرد. از امیر بیزارم. از نزدیک شدن به او. از آن نگاه‌های حرص بر جان و تنم. کاش می شد حتی یک بار هم با او رو در رو نشوم. کاش می شد حتی ثانیه‌ای نگاه او به من نیفتد. نمیدانم چرا هر بار به من نگاه می کند در خیالم به این باور دارم که به لبانم چشم دوخته است. او بوالهوس و مرد است و هر کرده از او برخواهد آمد. اما ای دختر دیوانه شده از این همه درد، او همان برادری است که در ازای بریده شدن ذره‌ای از پوست ران تو ساعتها گریه کرد، اشک ریخت و فریاد زد. او همان کودک دیرترهاست، همان که هیچ از شهوت نمیدانست و به ناگاه بازی میانتان کم شد، همان که نمیدانست و به ناگاه از جمع دختران دور شد. او تنها ماند و شمایان به درون چادرها رفتید و حال به فاصله اقیانوسی میانتان دوری است. هیچ به نزدیکی هم ندارید و هیچ در برابرتان نیست و باید که از او هر بار دورتر و دورتر شوی. هیچ از او باقی نگذاری و به خلوت و تنهایی خود منزل کنی. ای درد چانگاه، ای برون آور افکار مانده در ذهن دردمندم. حال و هوای تحمل او را ندارم. آن دختر خاله‌ای که فرزند همان زن عاقله است، او که در دنیای آنان دیوانه و مریض شده و حال در این دیوانگی سرگردان است، نمیداند چه می کند. اما حال و هوای همسخن شدن با او را هم ندارم. باز آمده تا برایم از روزگارش ناله سر دهد. از شوهری بگوید که او را به هیچ در دنیا انگاشته است. از مردی بگوید که دوست دارد او را به مانند خواهرش تصویر کند، به مانند آن دگر دختر خاله‌ام. آن خواهر که سیمای بهتری داشته، لباسهای فراختری به تن کرده، بر لبانش از آن رنگ جادو کشیده و چشمانش را خمار به مردان می‌گشاید. و حال این آن شوهری است که موهای بسته او را بر سیمای این زن فرتوت تصویر می‌کند. حال و هوای ناله‌هایت نیست. باز می‌خواهی فغان کنی. باز لابه سردهی که آری اینان مرا فرتوت کردند. اینان از زنانگی به من هرزگی خواندند و من در این مرداب غرق شدم. هیچ بر خود و آلایشم نگذاشتم و اینگونه در عنفوان جوانی به میان پیری منزل کردم. حق آن مرد است. همان مرد بوالهوس که تصویر زیبایی را در وجود خواهرم ببیند. او را ببیند که چه سیمای زنده و تازه‌ای دارد. آخر او که گوشش بدهکار لاطایلات اینان نبود. او که خود را به دوردستری رساند و بیشتر رفت. او که در مقابل اینان ایستاد و برای خود دنیایی در برابر اینان تصویر کرد. هرچه اینان گفتند را برعکس عمل کرد. اگر گفتند باید عفت و حیا داشت، بی عفت و بی حیا شد. اگر گفتند باید در برابر مردان خود را بپوشاند، او خیشتن را نمایان کرد. او به نظم اینان یاغی شد. اما آن کرد که تنها برابر اینان باشد و اینگونه شد که حال اگر شوهر خواهرش به او نظر بیفکند، با اشفه و ناز جوابش خواهد داد. خود را برایش عور خواهد کرد. اما ای دختر زن عاقله، آیا تمام دانسته ها و حکمهایت در باب آن خواهر در خانه مانده به مانند من و برادرم است؟ آیا آن خواهر هم باری لباس زیرش را عوض کرد؟ آیا به خود عطر زد و رنگ جادویی به لبانش مالید و اینها همه بدل به هرزگی های او شد؟ ای دختر زن عاقله، به جان خودت هیچ توانم نیست تا به ناله هایت گوش فرا دهم. به جانت
دیگر توان همدردی با تو را نخواهم داشت که خود در اعماقی به تنگ آمدم. هرچه تو بر آن خواهر حکم خوانده‌ای، من هم بر برادرم خواندم. نه بر او، که بر تمام مردها، بر تمام زنها. اینان به من آموختند تا همگان را قضاوت کنیم و به آخرش همه زنان به هرزگی اسیر مانند و مردان بلهوس و در پی زشتی و رذالت دست و پا زنند. من هم خود به اندازه تو و چه بسا بیشتر از این به اعماق تاریکی واماندم. پس از من توقع همدردی نداشته باش و به حال خودم رهایم کن. اما ای دختر زن عاقله، با آمدنت باز هم به دریای افکار مرا حصر کردی و به این تنگنا وانهادی. باز هم باید به دور دست‌ها واماند که همه زندگی حال من به همان دریای گذشته غرق شده است. باید کسی برمیخواست و آن گذشته غرق شده را نجات میداد. نجاتش را نمیخواهم. اما ای یاران، یکی مرا دریابد، آن گذشته را برایم بجوید تا او را به خاک بسپارم. شاید جنازه در خاک مانده آن گذشته پردرد مرا رها کرد و گذاشت تا لحظه‌ای به جهان حال و اگر هم رخصت داد به آینده نظر بیفکنم. مادر عاقله‌ات بود، خودت هم بودی. پدر و مادر و برادرم هم بودند و پدرت هم در گوشه‌ای نشسته بود. ای وای که این دختر کوچک هیچ از دنیا نمیدانست. هیچ نمیدانست و هیچ کس به پیش نیامد تا ذره‌ای برای او از زندگی بخواند. هیچ کس نیامد و همه او را به تنهایی رها کردند. درد به جانش لانه کرد. آرام جان کوچکش را در نوردید و به پیش رفت. زیر شکمش درد داشت. به خود آرام پیچید و در چشم برهم زدنی تمام شرمگاه و عورتش پرخون شد. به جان نحیفش نگاه کرد. بارالها، این چه دردی است؟ آیا من خواهم مرد؟ آیا این پایان زندگی من است؟ آیا این خون به زمین ریخته به معنای مرگ جان من است؟ بارالها، میترسم. چه دردمند و بیچاره به پیش آمدم. به میانتان منزل کردم و با چشمان گریان فریاد زدم. من دارم میمیرم. از بدنم خون میریزد. چهره های همه در برابر دیدگانم است. حتی ثانیه آن نگاه ها رهایم نمی کند. نگاه های مادرت، نگاه های محبوب خاتون. گویی باز هم زشتی از من سر زده. این جان پرگناه دوباره مرتکب گناهی شده است و حال بذر این هرزگی به جانم نشسته است. باید بنشینند و به فردایی در دور دستها هرزه برآمده را ببینند. چگونه با نگاه‌های دنباله‌دارشان به جانم فهماندند که هرزه شدم، چه بی آبرویی هستم و چگونه آبروی آنان را به باد دادم. چشمان دوخته بر زمین پدرم به من فهماند که این بی‌عفتی و خار کردن اوست. او دوست داشت تا زمین دهان باز کند و او را به کام مرگ ببلعد تا این گونه خار و خفیف نباشد. او دارای دختری است که حال هرزگی و نجاستش را به مرض عموم گذاشته است. تنها امیر بود که اشک در چشمانش جمع شد. تنها او بود که خواست گریه کند، که خواست مرا به آغوش کشد. تنها او بود که خون ریخته به زمین مرا دید و دلش آتش گرفت. اما چشم قره‌ای از محبوب خاتون کافی بود تا او به جایش بنشیند و آرام بگیرد. تو هم بودی و میدانم که خاطره خود را مرور می‌کردی. با خود درد خود را می‌خواندی و پدرت با لبخند محوی به لبانش به وجود من ریشخند زد. به جان پدر دردمند بیچاره هم ریشخند زد. بعد از آن به ریش نداشته محبوب خاتون هم ریشخند زد و به سرآخر به همسر خود گفت: ببین جماعت هم خونت را، چگونه خونشان به زمین میریزد و ما را به بی‌عفتی میرسانند. محبوب برخاست و به سویم آمد. آن دست سنگینش را بر جانم لمس کردم. چگونه از پشت مرا گرفت و به سوی اتاق برد و من را به درون اتاقم نشاند و گفت: از این ماه هر بار این گونه خواهی شد. باید جلوی نجاست را بگیری و مگذاری تا تمام دنیای ما را نجس کند. بعد از آن بود که از آن شیء شیطانی به من دادند تا در برابر عورتم بگذارم و راه خون را بگیرم. دخترکی تنها و بیچاره در تنهایی خود به هرزه شدنش چشم دوخت، به خون ریخته از زمین، به پاک شدن و شسته شدن تنش، به نگاه‌های دنباله‌دار همگان نظر افکند و دانست که چگونه هرزه شده است. وا مصیبت‌ها! چه دردمندانه شیء شیطانی را در برابر عورت خونینم گذاشتم و به امر محبوب باید چندی دگر در برابر دیدگان همگان ظاهر می شدم. آمدم، آرام به گوشه‌ای نشستم و دوباره همه نگاه‌ها را به جانم خریدم. درد بر جانم لانه کرد، همه وجودم را در نوردید، درست مثل امروز. اما این درد تنها درد عورت خونین نبود، تنها درد سر و درد دلم نبود که می سوختم. از نجس خوانده شدن،
از وارد دنیای هرزگان شدن، از پوشانده شدن، از به پستو رفتن، از این نگاه‌های معنیدار، از پدری که کمرش شکسته شده بود و داشت به لبخندهای باجناقش با شرمساری پاسخ می‌گفت. از مادری که از داشتنم به خود لعن و نفرین می‌فرستاد. اگر به فردایی پستانهایم بزرگ می‌شد، باید از خود بیزار می‌شدم. این جسم ننگین و شرمناک درآمد تا مرا رسوایی خاص و عام کند. اگر پستانهایم هر روز رشد می‌کرد و بزرگتر می‌شد، به من می‌فهماند که تو تا چندی دیگر اگر خود را محفوظ نداری، هرزه خواهی شد. باز هم محبوب خاتونی بود که پارچه‌ای بریده شده برای محفوظ داشتن پستانها به رویم انداخت. چیزی نگفت، اما می‌دانستم که می‌گوید: ای مایه ننگ، ای هرزه تن، جسم ننگین و شرمگاهت را بپوشان تا مردان بلهوس به تو تحریک نشوند. به نزدیک آن امیر هم نرو که او به زشتی تو کشیده شود. هر بار به هر جا که منزل کردم، به تنهایی و در خلوت برایم خواندند که تو هرزه‌ای بیش نیستی و باز هم به منظر بیشمارانی در خواهی آمد که به تو چشم بدوزند و نجاست بر زمین ریخته‌ات را به تمسخر و بیچارگی و شرم و اندوه نظاره کنند. تو زنی و هرزه‌ای، پس خود را بپوشان تا بیگانگان از هستی تو مطلع نشوند که هرزگان جایی به دنیا ندارند. ای کاش کسی آرام به گوشم از دور دستی می‌خواند و برایم می‌گفت که روزی اینگونه خواهم شد. شاید با دانستنش اینگونه خار و خفیف نمی‌شدم و اینگونه در حالی که به چشمان دردمند تو چشم دوختم، بی اسمت و بی عفت نبودم و در این درد غوطه نمی‌خوردم. باز هم صدای پای محبوب را می‌شنوم. باز می‌آید. این بار چه می‌خواهد؟ شاید باز شیء شیطانی برایم آورده است. شاید این بار آمده تا پارچه‌ای به دستم دهد، تا شرمگاه دیگری از بدنم را بپوشانم و شاید هر بار چیز تازه‌ای بگوید. هر چه بگوید به بطنش یک چیز نهفته است. تو هرزه‌ای و باید این هرزگی از وجود و جانت را بپوشانی و از دیگران دریغ کنی. اما جهان وجودم فریاد می‌خواهد. به بلندای تمام دردها و انجاس و هرزه خوانده شدنم در برابر همه این رنج‌ها فریاد می‌خواهم. شاید برخاستم، در روزی به پشت بام رفتم و اور در برابر دیدگان همه جانداران فریاد زدن: این تن اور من است. نه شرم است، نه مایه هرزگی. این تنها جان من است، بخشی از وجود من است. ببینید و فراتر از آن هم من را دریابید که همه دنیای من و ما و شما در همین آلت و عورت نهفته نیست. بیایید تا بار دیگر فراتر از تمام این حصارها با هم بنگریم و جهان را ببینیم و دوباره از نو سرآغازش کنیم. شاید باری در دور دستها با تن اور و وجود دردمندم، در حالی که نجس بودم و خون از عورتم بر زمین میریخت، به آسمان رفتم و با کسی در دور دستها هم به نظاره نشستم تا شاید او چیزی از حرفایم فهمید و اینان را دگرگون کرد. جهان بدان که تمام جانم فریاد است. فریاد میخواهم، فریادی به بلندای تمام دردهایم. پس بنشین و نظاره کن که روزی به آسمان خواهم رفت و فریادم را به گوش همه جهانیان خواهم رساند و این خرقه ننگین را از تن برخواهم کند. avogaboo.com کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش 4. پخش فایل صوتی توسط کتابخانه اینترنتی آوای بوف. میدانم که او با کسی صحبت می کند. میدانم که او با کسی ارتباط برقرار کرده است. همه چیز را میدانم. با خود خیال کرده است که من را هم میتواند همانند آن برادر و پدرش به سخره بگیرد. خیال می کند که میتواند مرا با این حربه ها از واقعیت دور کند. ای امان از داشتن چنین همسر سیب زمینی صفتی که هیچ در زندگی جز همان بیدار شدن و به سر کار رفتن نمیداند. تمام فکر و ذکرش همان به سر کار رفتن و باز برگشتن به قلب این خانه است. حتی یک بار هم نشده که به ذهن فکر کند، سرنوشت این دختر دیوانه را دوره کند، بداند او با چه کسی ارتباط دارد. یک بار برای تعقیب او به بیرون از خانه نرفت. آخر تا به کی میتوان تمام مسئولیت‌های این زندگی را به دوش من سپرد؟ تا به کی میتوان تنها از من انتظار داشت که همه زندگی را مدیریت کنم؟ ای کاش به جای او همسر دیگری داشتم. مردی تنومند و با جذبه، با چشمانی سیاه رنگ، اندامی قوی و عضلانی، تا مثل کوه به او تکیه می‌کردم، تا در هر گیر و گرفتاری می‌توانستم از او مدد بخواهم، تا می‌توانستم
تمام وزن زندگی را به دوش او بگذارم. اما این سیب زمینی که چنین بخاری از خود ندارد. حتی یک بار هم ندیدم که بخواهد بداند چه به روز فرزندش می‌گذرد تا برای دانستن رابطه‌های دخترش سر سوزنی ارزش قائل شود. ای امان از نداشتن کوه بزرگی در کنار خیش. ای امان از داشتن سنگ صبوری در کنار خود. همه ی مسئولیت این زندگی به نزد من خلاصه شده است. باید خودم از کار این دختر سر در بیاورم. باید خودم بفهمم که او با کدام پسر در ارتباط است. این دختر از همان ابتدا هم بی‌حیا و بی‌عفت بود. از همان ابتدا هم جوهره ای از هرزگی را از خود داشت. چگونه در میان دیگران در آن میهمانی به پسران فامیل چشم می‌دوخت. در تمام مدت او را به نظاره نشسته بودم و حرکاتش را دنبال می‌کردم. می‌دانستم که این دختر هرزه در پی آتش سوزاندن است. چند بار به این سعید سیب زمینی گفتم دخترت هرز می‌پرد. باید که جلوی او را گرفت. باید در برابر او ایستاد. باید به دهانش بکوبی تا این گونه هرزگی از خود نشان ندهد. اشکالی نیست. هر قدر که این مرد سیب زمینی و بیرگ است، به جایش امیر را درست می‌پرورانم تا در برابر هر هرزگی بایستد. فردا او هم باید ازدواج کند. دوست ندارم دختر هرزه‌ای نصیبش شود تا با بی‌بندوباری ما را به کام بی‌آبرویی برساند. همان شب و در انتهای همان مهمانی بود که سعید هم هرزگی‌های این دختر لکاته را باور کرد. آنجا که رو به پدرش گفت اسم آن پسرک مهمان خاله اینها حکمت بود یا حشمت؟ با پشت دست چنان به دهانش گفتم که دیگر از این غلط‌ها نکند. آخر دخترک لکاته. به تو چه مربوط است که اسم فلان پسر غریبه چیست؟ آنجا بود که سعید هم فهمید چه دختر هرزه‌ای بار آورده. آخر مگر امکان دارد یک دختر به فکر نام پسران غریبه باشد؟ حالا هم می‌دانم که در پستوی آن اتاق که خود را مدفون کرده‌ای یا به فکر پسران غریبه‌ای و یا با یکی از آن پسران بوالهوس در حال ارتباط هستی. ای ننگ به شمایان که جز هرزگی هیچ در سر نمی‌پرورانید. ای کاش مردی در کنارم بود، با ابهت، قوی دل، تا مرا برای رویارویی با این هرزگان یاری می‌کرد، تا مرا در این راه خطیر کمک می‌کرد، تا فرزندی لایق بپرورانم و محکوم به مجازات در این دنیا و آن دنیا نباشم. انور خاتون راست می‌گفت. هر بار که به جلسه‌های او در مسجد می‌روم، می‌دانم که حقیقت تازه‌ای را برایم می‌گشاید. با آن هیکل درشت و مردانه‌اش، با آن دل دریایی و بزرگش، با آن همه دانش و معرفت از خدا و راه خداوندی، می‌داند که چه طریقتی را باید به پیش گرفت. همان او بود که در گوشم نجوا کرد و به من فهماند اگر کسی از خانواده‌ات به چنگال هرزگی بیفتد، برکت از زندگیتان رخت می‌بندد و به هلاکت می‌افتید. ای کاش می‌توانستم به محضرش بروم و از او طلب مدد کنم. بگویم ای خاتون دانا، ای زن عاقله، به من بگو، اگر به من آلت نشان دادند، به واسطه تربیت دختر هرزه‌ای است که آتش به ریشه ایمان زده است. اگر در این مرداب وامانده ایم و به هلاکت رسیده ایم، به واسطه داشتن چنین دختری است. میدانم که به رویم چشم می‌دوخت و آرام و طمأنینه با آن کلام نورانی و حکیمانه‌اش میگفت آری، این مجازات شما بر زمین است. باید که هرزگی را از خود و خانواده‌ات دور کنی که خداوند بدترین عقوبت کنندگان است. اما انور خاتون توان گفتن دردم را با کسی ندارم. هیچ کس در کنارم نیست تا از این راز دل با او سخن بگویم. برایش از دردی که به جانم افتاده از سخن برانم و از او مدد بجویم. نه خواهرم توان هم کلامی با من را دارد، نه شما که عاقل زنی کامل و با وقار هستید. من محکوم به سوختن در این درد و به تنهایی شدم. باید خویشتن بسوزم و برای رهایی خود از آن راهی بجویم. باید راهی پیدا کنم تا همه را از چنگال این بدبختی و هرزگی برهانم. خداوند مجازات به هرزگان خواهد داد. این کلام همواره به گوشم تکرار می شود و همراه من است. این جمله است که هر از چندگاهی آن را بالای منبر تکرار کردید و شنیدم و میدانم. حال در این وانفسا به مجازات کرده های دخترم این گونه مجازات شدم. اما من که او را برای آشنایی با تعالیم شما همواره به همراه خود آوردم. همراه با خود او این جلسات آمدیم تا به حرفهایتان گوش دهد. شما او را موعظه کنید و او را به راه راست هدایت کنید. آنگونه امر کنید که خداوند عزوجل امر کرده است.
تا او به گوش و چشم بگیرد و آن کند که دستور و شادمانی خداوند را بیافریند. اما خود شما هم دیده و بارها به من گفته اید که او دختری یاغی و سرکش است. بارها به گوشم خوانده اید که او فرمانبر قابلی نیست. آنچه به او امر می کنند را به دل و چشم نمی گیرد و در پی راه‌های دیگری است تا از زیر بار آن در برود. و همین شما بودید که به من گفتید باید این گونه یاغیان را بر سر عقل آورد. باید آنها را مهار کرد که مایه بدنامی و بی‌آبرویی همگان خواهند شد. آری، خداوند هم این گونه کیفر می دهد و دستان من باز است تا او را به جای خود بنشانم و او را مهار کنم، تا در این زشتی ها غوطه نخورد و خود را به دامان این فساد نیندازد. گاه باید در برابر این دریای خروشان سدی بنا کرد و در برابرش ایستادگی کرد. حال آنکه دریا آن سد را بشکند و به پیش رود، وظیفه من ساختن همان سد در برابر اوست. میدانم که حال در آن مدفن نشسته و به ریش نداشته من میخندد. در این روزگاران هر چه خواسته به پیش برده. به هر کس و ناکسی به چشم هرزگی چشم دوخته. اصلا وجود این دختر مایه فتنه و بدنامی است. فکر می‌کند به خاطرم نیست. از یاد بردم که چگونه با وجودش همگان را به هرزگی کشانده است. آن برادرزاده پخمه سعید سیب زمینی که بخاری نداشت. در آن دوران که برای تغییر شمایل خانه به نزدمان آمد. آن دوران که آمد به خیر سر پدرش برایمان کاری پیش برد. خیال می‌کند به یاد ندارم که این دختر هرزه هر بار به بهانه‌ای به حال آمد تا با او هم کلام شود. آن هم با مردی که زنی از پیش برای خود اختیار کرده است. او بدنام است، بدکاره است، با زنان بیشمار سر و سر دارد. خب اینها که بیشتر به آدمی میفهماند نباید با او در ارتباط بود، نباید با او هم کلام شد، نباید به پیش او رفت. اما این دخترک لکاته که من میدانم چه در سر و دل پرورانده است، هر بار به نزدش رفت. هر بار برایش لوندی کرد. فکر می کند که نمیدانم. این دختر تمام وجودش فتنه است. تمام وجودش آتش و شهوت است. از یاد نبردم آن روزها که 12 ساله بودم این گونه می کرد. هر مرد و پسری از اقوام به خانه می آمدند می خواست تا به نزد آنان برود. با آنان ارتباط برقرار کند. مثلا نهار را در کنار آنها و در جمع بخورد. آخر دخترک هرزه. اینها همه از لکاتگی زنانه است. این گونه رفتار کردن ما را به چنین آتشی رسانده است. باید به خلوت و در تنهایی بنشینی و غذا بخوری. باید که با هیچ کدام از این بوالهوسان رویارویی نشوی. اما این نطفه هرزگی در وجودش گسترده شده بود. هر بار هر کدام از پسران فامیل آمدند و به هر بهانه خواست تا روسریش را کنار بزند. با آنان دست دهد. اینها همه فتنه و هرزگی های درون اوست. این دختر هرزه و بدکاره است. آن پسر عمو که بدنام و در بوالهوسی شهره خاص و آنبود را نیز از راه به در کرد. هر بار با سینی چای از آشپزخانه بیرون رفت. نزدیکش شد. برایش چای تعارف کرد. من که میدانم. من که همه رفتارهای تو را از دور دیدم. من که همجنس تو هستم. من که میدانم. از چه روی این گونه میکنی؟ صدایت را تغییر میدهی. به خود عطر و اتکلون میزنی. از آن رنگهای جادو به لبانت میکشی و در برابرش خم میشوی تا چای را بر روی میز بگذاری. حتی از دور به لبانت چشم دوختم و دیدم که در بین گذاشتن با او هم کلام شدی. آری، تو شهوتران و لکاته‌ای. تو باعث شدی تا او به تو ابراز علاقه کند. تو باعث شدی تا او به تو پیام‌های عاشقانه بفرستد. من میدانم همین رفتارهای تو باعث شده است که او این گونه به تو ابراز علاقه کند و آبروی من را ببری. آن دفعه تنها باری بود که توانستم از آن سعید بی بخار مردی درخور و شایسته بسازم تا پاسخ تو را بدهد. نمیفهمید این آبروی اوست. این آبروی همه ماست. باید این دختر هرزه را زیر مشت و لگد گرفت. باید به او فهماند که پاسخ به این هرزه صفتی ها به سختی داده خواهد شد. آن روز تنها روزی بود که از سعید راضی بودم و آن کرد که به دوشش نهاده بودم. اما دریغا که هیچگاه حاضر به قبول مسئولیت نیست. هیچگاه حاضر نیست تا خودش به دنبال یافتن این سر نخا باشد و وظیفه آن همواره به دوش من است. میدانم که حال دخترک نمک به حرام باز هم در ذهن به دنیای غریبی دفن شده. باز هم در افکارت با کسی در حال سخن گفتن هستی.
من تمام کارهای تو را از کوچک تا بزرگ زیر نظر گرفتم. همه رفتارهایت را میدانم و میدانم چه به سر میپرورانی. نمیدانم در آن دانشگاه چه به شما یاد میدهند که شما را این گونه ها رو دیوانه کرده‌اند. نمیدانم در آنجا که متحد میشوید و در آنجا که در کنار هم مینشینید چه به روزتان میآید که این گونه به هاری روی میآورید، وگرنه که شمایان را تا سر از تخم برون آوردید به خانه شوهر میفرستادیم تا این گونه ها رو دیوانه نشوید. چند بار آن خواهر به گوشم خواند. به من گوشزد کرد که نباید بگذارم تو به دانشگاه بروی. باید پیش از آن تو را به خانه بخت بفرستم. چند بار او همه این دردسرها را برایم تشریح کرد که در فضایی که دختران و پسران به کنار هم می‌نشینند، آنجا که آتش و پنبه را به کنار هم گذاشتند، چه روزگاری در پیش روی ماست. باز هم تکرار صحبت‌های سعید بود که باعث شد تا این دختر لکاته را به دانشگاه بفرستیم. باز او بود که با ناله‌های این دختر رام و آرام شد. باز او بود که به حرفایش گوش داد تا در برابر این خواسته شوم آرام جواب مثبت دهد. ای ننگ به تو سعید سیب زمینی که هرچه میکشم از وجود توست. تا حتی ذره‌ای به من در پرورش او کمک نکردی و تنها توانستی در این روند و نظم اختلال به وجود آوری. اگر آن روز تو دل به حرفای او نسپرده بودی و میگذاشتی تا او را از رفتن منع کنم، امروز در این دیوانگی سرگردان نبودیم که خانم هر ساعتی دوست داشت برود و هر ساعتی که خواست برگردد. اصلاً مشخص نیست چه می کند. مشخص نیست چه ساعتی سر کلاس می رود و چه ساعتی ما را رنگ می کند و به قرارهایش می رسد. همه این ناکامی ها از شر این دلرحمی و دیوانگی های توست. باید جلوی او را می گرفتیم. نمی گذاشتیم تا این گونه هر کاری که می خواهد را به پیش برد. حال من ماندم و دریایی از افکار که نمی دانم او چه می کند، چه کارهایی در سر می پروراند، با چه دختران و پسرانی در ارتباط است. وا مصیبتا. حتما که او با پسران هم ارتباط دارد. اصلا نمی توانم بفهمم که چرا این کلاس ها را از هم جدا نمی کنند و آنها را در کنار هم تشکیل می دهند. ای کاش سکان هدایت این مملکت و سیستم آموزشیش را به انور خاتون می دادند. او می دانست که چگونه این مردم را هدایت کند. او حتما دختران و پسران را در هر مقطعی از هم دور می کرد و نمی گذاشت تا در کنار هم و با هم و به سر کلاس ها بروند تا فتنه و بدبختی به بار بیاورند. اما دریغ و صد افسوس که کار در اختیار کاردانان نیست. آنان نمی دانند باید اینان را از هم دور کنند تا این گونه بدبختی به بار نیاید. فکر می کند حواسم به او نیست. فکر می کند نمی دانم که چه می کند. خیال می کند مرا هم می تواند مانند آن پدر سیب زمینیش گول بزند. با گل به پیشواز من آمده است. کار درست و عاقلانه این بود که با دست چنان بر دهانش می کوفتم که تمام دندانهایش به دهانش می ریخت. باید آنچنان به صورتش می کوفتم تا به سر جایش بنشیند و هرگاه دهانش را دید یاد آن روز و آن خاطره بیفتد و بداند که تاوان این هرزگی ها چیست. گل را معلوم نیست کدام مردک بوالهوس به او داده است و حال می خواهد با آمدنش به خانه به من دهد و مرا این گونه حالو فرض کند. آری، من نمیدانم تو چه می کنی. من نمیدانم که تو چگونه با لبندی مردان را به سوی خودت جذب می کنی. اگر در پی جذب مردان نیستی، پس چرا به لبانت رنگ جادو می زنی؟ چرا آنقدر لوازم آرایش در اتاقت انبار کرده ای؟ هر بار این سعید سیب زمینی به بهانه‌ای سر کیسه می شود و هرچه پول را از او گرفته ای را برای خرید آن لوازم شیطانی هزینه می کنی. فکر می کنی نمیدانم برای چه تا این حد به آن لوازم آرایش علاقه‌مندی. فکر می کنی نمیدانم با آنها صورتت را آرایش می کنی تا دل مردان را به سوی خود جذب کنی. گل را از آنها بگیری و در سرآخر تمام این ماجراها بیایی و گل را به من هدیه کنی تا فضای امنی برای خود بسازی. من آن پدر سیب زمینی تو نیستم که این ادا و اطوارها را باور کنم. من محبوب خاتونم. من آن زنی هستم که اگر یک بار اتومبیلی برای چند ساعت در کوچه به انتظار تو نشسته بود، همه چیز را فهمیدم. او ساعتها در انتظار تو بود و من تو را دیدم که از پنجره به او در اتومبیلش چشم دوخته ای. من همه اینها را دیدم و مچ کثیف تو را در آن هرزگی گرفتم تا فهمیدی که دانستم
با آن پسرک الوات اشاره کردی تا از کوچه بیرون برود و زودتر از آنجا دور شود. اما دیوانه، نفهمیدی که من و تو در همان خانه و به کنار هم هستیم. همه چیز تو در اختیار من است. شاید بتوانی او را برای چند لحظه‌ای دور کنی و به خیال خامت باعث شوی من او را به چنگ نیاورم. اما بدان که من جنازه تو را در همان اتاق یافتم. من رفتم و آن پسرک بوالهوس از کوچه خارج شد. اما تو و من در همان خانه با هم مانده ایم. ای کاش در همان روز تو را می‌کشتم. ای کاش توان آن داشتم که این لکه ننگ را از پیشانی خود پاک کنم. چه کسی تا کنون پذیرفته است کرده ناپسند خود را؟ نه مگر آنکه تمام دزدان و قاتلان در زندانها خود را بیگناه خطاب می‌کنند. از چه روی باید این دختر لکاته قبول می‌کرد که با آن پسرک بوالهوس ارتباط دارد؟ از چه روی باید قبول می‌کرد که او به خاطر همین هرزه به کوچه ایستاده است؟ دیوار حاشا بلند است و تو می‌خواهی مرا با این مظلوم نمایی‌ها گول بزنی. تو می‌خواهی با اشک و به خاک و خون نشستن‌ها مرا مجاب کنی که تو با او سر و سری نداشته‌ای. اما آن روز و آن ضربه‌های امیر دلم را خنک کرد. دانستم که پسری امروز در کنار من است که می‌توان نقش آن کوه را برایم بازی کرد. با همان عضلات قدرتمند و تنومند که آرزویش را داشتم، او تقاص تمام کرده‌هایت را از تو پس گرفت. آنجا که به گوشش خواندم و از بی‌ناموسی تو گفتم، تمام جانش خشم شد. آتش را در نگاهش دیدم و دانستم که خونش به جوش آمده است. دانستم که تقاص این زشتی‌ها را از تو خواهد ستاند. حق تو را به دستت خواهد داد و دانستم که مجازات حقینی خواهی شد. ضربه‌های من که به جان تو کارگر نیست. من که نمی‌توانم تقاص این بدتینتی را از تو بگیرم. اما این برادر حق دارد تا در برابر بی‌ناموسی خواهرش بایستد. آخرین آبروی ریخته او هم هست. از او هم آبرو را ربوده‌ای، به او هم خیانت کرده‌ای. او هم حق داشت تا بداند و حقش را از تو بستاند. او هم باید حقش را از تو می‌گرفت و دامن لکه‌دار شده‌اش را پاک و مطهر می‌کرد. حال که این تطهیر با خون ریخته تو انجام شود، اما باید که آن می‌کرد و باید تو را به تقاص کرده‌ات مجازات می‌کرد. حال نمی‌دانم باز در پی سوزاندن چه آتشی هستی. باز نمی‌دانم می‌خواهی چه فتنه‌ای بپا کنی. باز کدام مرد را به اغفال در می‌آوری و به دنبال خود می‌کشانی. آخر دختر، تو به چه کسی کشیده‌ای که این گونه بی‌عفت و هرزه شده‌ای؟ باید گذشته من و خواهرم را می‌دیدی. حتی نمی‌گذاشتی مردی از چند فرسخیمان رد شود. ما کی تا کنون به صورت‌هایمان سرخاب و سفیداب مالیده‌ایم؟ کی خود را به شهوت غرق کرده و خود را در این هرزگی رسانده‌ایم؟ با خود خیال می‌کنی نمی‌توانستیم مردان بیشماری را به سوی خود بکشانیم؟ با خود خیال می‌کنی که هیچ در چنته ما نبود؟ اندام بلورین خالت را دیده‌ای، پستان‌های استوارش، بدن مرمرین و سپید رنگش، برای او یا برای منی که همه مردان شهر در آرزوی وصالم بودند، چه کاری بود که فتنه کنیم و خود را به دامان هرزگی بیاندازیم؟ برای من چه کار داشت که کارهای تو را تکرار کنیم؟ اما ما عمری در پاکی و طهارت ماندیم. همه جانمان را حفظ کردیم و به آخرش با اکراه آن را در اختیار همسرانمان قرار دادیم. اما وا مصیبتا که شمایان آمده اید تا هرزگی کنید. این دختران امروزها همه دیوانه شدند. همه در این منجلاب واماندند. نمیدانم چرا تا این حد بی‌پروا و دیوانه شدند. چرا تا این مقدار به چنگال هرزگی واماندند. دیگر هیچ برایشان ارزش نیست. با مردان همسردار رابطه برقرار می کند. خود همسر دارند و با دیگران زنا کردند. دختران از همان شروع با هزاری به لکاتگی می نشینند و همه در این هرزگی غرق شدند. چه به روز این زنان آمده است؟ چگونه اینان تا این حد خود را به هرزگی وا دادند؟ برای من چه کاری بود تا مردی را برای خود اختیار کنم، با اندامی تنومند و قدی رشید، با چشمانی مشکی و ابروانی به هم پیوسته؟ برای من چه کار دشواری بود که هر بار به آن سیب زمینی خیانت کنم، به او که همه عمر با کراهت به آغوشش رفتم؟ برایم چه کار دشواری بود تا با مردی هم آغوش شوم که در شأن و اندازه من باشد؟ برایم هیچ سختی نبود، اما من برای هرزگی به بار نیامدم. من نیامدم تا فتنه کنم، تا جهان را به آتش بکشم. من در برابر خداوند جهانیان مسئولم و خیشتن را بنده‌ای کوچک او می‌دانم. اما ای دریغ و افسوس که شمایان از یاد برده اید کیستید.
برای چه به دنیا آمده اید و همه جهانتان همین هرزگی ها شده است؟ نمیدانم در اتاق که مدفن تو شده است چه میکنی؟ اما میدانم که باز هم در پی فتنه‌ای برآمده ای. میدانم که باز هم در پی ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف شده ای. میدانم که میخواهی آبرو و شرافت ما را به باد دهی. اما این خیال خام را از ذهنت دور کن که همه حواس من به توست. نمیگذارم تا لحظه ای دست از پا خطا کنی و همه حواسم را به تو دادم. اگر کوچکترین خبطی از تو سر بزند، روزگارت را به آتش خواهم کشاند. من در برابر همگان مسئولم. نمیگذارم تا باز به فتنه‌های تو دنیایم به آتش کشیده شود و دوباره به کرده تو مجازات شوم. من در برابر این زشت صفتی‌های تو ایستادم. نمیگذارم تا کار اشتباهی به پیش بری. ای کاش زودتر برای امیر دختری دست و پا می کردم تا با او باشد و عمر را با او سپری کند. میدانم که بیشماران دخترانی به کمین نشستند تا او را هم به این فتنه و دیوانگی بنشانند. اما او باید که با دختری درآمیزد که من برای او انتخاب کردم. دختری پاکدامن و درستکار. دختری که آفتاب و مهتاب ندیده باشد. دختری که به پاکی پوست گلهای بهاری باشد. باید او را برای یگانه پسرم بچینم و در اختیارش بگذارم و در کنارش باشم تا کسی نتواند او را در مرداب دیوانگی هرزگان غرق کند. کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش 5. وای که گام گذاشتن در خیابان‌های این شهر هم کشنده و دیوانه کننده است. نمیتوان با خیالی آسوده در این خیابان‌ها گام گذاشت و با آرامش راه رفت. در این برزخ واماندم که تمام روزها را در همان اتاق و با ناله‌های مداوم محبوب خاتون سپری کنم و یا برای چند صباحی آن حصار را بشکنم و بیرون آیم. بیرون آمدن از آن زندان هم مصیبت‌های بسیار دارد. بیرون بودن از آن خانه ارواح و مردگان آرزوی همیشگیم بود. از آن کودکی و آن دوران مدرسه همیشه می‌خواستم که مدارس باز باشند تا خود را به دستان کلاس‌ها بسپارم. بیشتر کودکان همسن و سال در پی تعطیلی مدارس بودند، اما من از این تعطیل شدنها متنفر بودم. دوست داشتم تمام سال، تمام روزها و تمام ساعتها به مدرسه بروم. دوست داشتم همیشه در همان مدرسه اوقات را سپری کنم و هیچگاه به آن خانه ارواح و به کنار محبوب خاتون نرسم. اما دریغا که آن زمانها هم می‌گذشت و تعطیلات فرا می‌رسید. باز باید در آن دیوارها محبوس می‌ماندم. باز باید همه روز را با صدای محبوبی و انوار و انصارش سپری می‌کردم. باز باید هر روز بر روی دفترهایم خط می‌گذاشتم و روزها را می‌شمردم تا زمان تمام شدن تعطیلات فرا برسد و دوباره بتوانم به همان مدرسه بازگردم. باز بتوانم برای چند صباحی هم که شده از این خانه ارواح دوری بگزینم. اما مدرسه هم راه رهایی بودند دوباره از آن زنان عاقله‌ای که بنشینند و در ساعت مشخص مدرسه برایم از همه زشتی‌های این دنیا بگویند. باز بودند تا برایمان از عفت و عصمت زنانه سخن بگویند و باز برایمان آسمان و ریسمان ببافند که جهان چیست و برای کیست. باز باید سر به پایی میانداختم و همه گفته‌های آنان را بی کم و کاست آویزه گوشم می‌کردم. باز برایم از همه ندانسته هایم می‌گفتند. چقدر از آن زنان درشت هیکل و عاقله بسیار بود. مرا به یاد خاله و محبوب و آن زن درشت و قوی هیکل مسجد میانداخت. اینان همه از یک روح و در اجسام متفاوتند. همه سخنان یکتا و برابر است. همه به یک چیز امر می‌کنند و همه از آدمی یک چیز را طلب کردند. باز باید به حرف‌هایشان در کلاس‌های درس، در ساعات بیکاری، در زنگ‌های تفریح و پرورشی و ورزش، در میان نمازخانه، در دفتر مدرسه، در اتاق معاون و مدیر گوش کرد و همه را به جان و دل گرفت. دوباره داستان همان هرزگی هاست. داستان همان نقل تکرار پیشتر هاست. دوباره برایمان می‌سازند و از زینت حجاب می‌گویند. از مردان بلهوس قصه می‌بافند. از زنان هرزه شده در شرف هرزگی و از شیطان در کمین و در برابرمان. آنها سالهای سال خوانده و دانسته تا برایمان باز نشدهند
و از ما عده‌ای مجاب بسازند که گوش به فرمان همواره نشیده و چشم به زبان میرانیم. اما با همه این یک رنگی ها، با همه شباهت ها، با همه تکسرها که از خانه دردناکتر میشد، باز هم تحمل همه اجبارهای مدرسه بهتر از آن خانه و آن محبوب خاتون بود. گویی او در تمام این تعاریف و باورها ذوب شده بود. او به بخشی از این باورها بدل شده بود و نمیشد او را از این مفاهیم حل شده به جانش برای لحظه‌ای هم دور کرد. آری، او بخشی از همین باورها بود و نمیتوانستیم او را بیشتر از آن تحمل کنیم. ذره‌ای دوری میخواستم. ذره‌ای دوست داشتم تا از آن فضای خفقان دور شوم. میخواستم نفس بکشم. حتی شده در دل این هزاران چون محبوب خاتون. میرفتم و در دل اینان با همه خفقان و تکرارها و اوامرشان نفس میکشیدم. آخر ترس محبوب خاتون همراه هم نبود. او نبود تا به فرمانش همه دنیایم را از دست دهم. او نبود که با ندایش، با صدایش، با کوچکترین اخم و نگاهش به وجودم به خاکستر بنشینم و دست و پایم را گم کنم. نتوانستم نفس بکشم. حداقل در هوای آن مدرسه وحشت از محبوب خاتون به همراه هم نبود و همه دردهای دیگر را به جان می خریدم تا برای چند صباحی هم که شده از زیر سیطره او رهایی یابم. ای ننگ بر این بزرگ شدن. ای کاش هیچگاه بزرگ نمی شدم و در همان کودکی زندگی می گذراندم. ای کاش هیچ وقت دوران عبور نمی کرد و دوباره کودک می شدم. نه آنکه بسیار در کودکی از زندگی لذت برده باشم. نه هرگز. در تای آن روزها گریبانم را لحظه ای رها نکرده. اما در آن روزگاران تا این حد به چشم هرزگی نگاهم نکردند. شاید تا این حد مرا جنسی و به آلتم ننگریستند. شاید هم دیدند و من متوجه نگاه جنسیشان نشدم. اما دریغ و صد افسوس و مصیبت از آن روز شوم و خونین شدن آلتم، از آن روز که پستانهایم رشد کرد، از آن روز که بزرگ و بالغ شدم. ای وای بر آن روز که نشانه های بلوغ بر جهانم پیدا شد. یعنی به این پسران در خیابان هم از من گفته بودند. یعنی آنان هم از من و دنیای من می دانستند. وای که چقدر دیدنشان برایم سخت و جان فرسا بود. آخر ما همان دوستان دوران کودکی بودیم. ما همانان بودیم که با هم و در کنار هم بازی می کردیم. با هم روزگار می گذراندیم و کسی به دیگری چنین نگاه شهوت‌آلودی نداشت. اما گذر زمان و این رشد کردنها چه به روز ما آورد، چه از ما ساخت و چه به دنیای ما نشاند. اول باری که این نگاه ها را به دنبالم شناختم کی بود؟ حتی بار نخستش به خاطرم نیست. اما خوب می دانم. از همان روزگاری آغاز شد که آلتم پرخون شد و پستانهایم رشد کرد. خوب می دانم. از همان روزگارانی بود که بر سیما چادر انداختند و مرا از دیگران محفوظ داشتند. این صدایی بود که به همه ندا می داد. او بزرگ و بالغ شده است. ای درندگان، بیایید و او را بدرید. بدانید که زیر این چادر و این پوشیدگی بسیار از لذات که شما بوالهوسان می‌جویید را انبار کرده است. ای وای که ندانستید چه به روزگارمان آورده اید. چه دنیایی شد این جهان آلت پرستی ما که همه را جنسی و به حصر همین حصارها دیدیم. دیدن زنی که شکمش بالا آمده نشانه از چیست؟ وای که دیدن او در این حال و هوا چه فکرهای بیشمار به دلمان انداخت. آیا او با مردی هم بستر شده و این بچه را حمل می کند؟ آری، حتما همین گونه است. او با مردی هم بستری کرده و این بالا آمدن شکم نشانه از همان کردار آنهاست. یعنی چگونه با هم بستر شدند؟ چه رابطه ای را با هم گذراندند؟ وای که او با چه رویی به خیابان می آید و چگونه می تواند با اینکه می داند همه درباره‌اش چه فکر می کنند باز به ملأ عام بیاید. من که درباره همجنسانم اینگونه فکر کردم. آن پسران و مردان و بوالهوس که همه دنیایشان همین بود چه فکرها کردند. نه مگر آنکه مردان همه بوالهوس بودند. پس آنان به چه دنیایی غوطه خوردند و با نگریستن به ما به چه دنیایی چشم دوختند. ای داد و بیداد. آنها از نوار بهداشتی در دست شوهری به چهره زن او و سرانجام به عورت عور او در خون رسیدند. حال با منی که تنها با چادری خود را پوشندم به کجاها خواهند رسید؟ این نگاه‌های دنباله‌دار آنان از همان روز که پستانهایم بزرگ شد با من بود.
هر بار آنان را دیدم و این نگاه‌های دنباله‌دار را به جان حس کردم و در آتشش سوختم. اما فرای نگاه‌ها کار به سخن هم کشیده شد. آن اولین باری که یکی از آن جمع پسران به پیشوازم آمد و برایم خواند. برایم از عشق زیر چادرهای مشکی زمزمه کرد. برایم از لذات جنسی حرف زد و پس از آن دگر بیرون بودن مصادف بود با طعنه‌های بسیار از این مردان که برایم لالا خواندند. هر بار به شهوت قصه‌ای سر دادند و بیشتر از پیش فهمیدم که ما همگان هرزه‌ایم و در این هرزگی‌ها غرق مانده‌ایم. اینان می‌دانند که ما هرزه‌ایم، وگرنه از چه روی با ما این گونه سخن می‌گویند؟ ما که چون مرواریدهای درون صدف طیب و طاهریم، اما اینان به هیچ کس رحم نکرده و در پی صید آمدند تا جماعتی را به درون این هرزگی بکشانند. نکند اینها شیطان رجیم باشند. این معلم‌های بیشمار در نگاه‌های انور خاتون بسیار برایم از شیطان گفتند. اینکه شیطان به کمین نشسته است و هر بار در انتظار فرصتی است تا آدمیان را از راه نیکی و راستی خداوندی دور کند. شاید هم همینان همان شیطان‌ها باشند. اما گفتار اینان که مرا به راهشان نمیبرد، بیشتر مرا از دنیای آلودهشان پس میزند. شاید هم اینان مجذوب شیطان لعین شده‌اند. باری هر چه شده‌اند برایم ذره اعتبار نیست که دنیای مرا به آتش کشیدند. همه ایشان، از آن انور خاتون دیوانه تا محبوب و همه این مردان بوالهوس. نگاه کردن به هر کدام از مردان نشانه هایی از بوالهوسی های آنان را در برابر دیدگانم نمایان کرده است. از مسن‌ترین آنان تا کودکانه ترین آنان، به هر کدام که نگاه می کنی ذره ای از این بوالهوسرانی را به نظاره نشسته ای. وای از آن نگاه های دنبال دار که از زیر همان چادر بر سر هم می‌خواهند تمام جانت را بدرند و به دندان بکشند. آنان دندان تیز کردند تا جسم نحیف در برابر را بدرند و پاره کنند. اما نه مگر همینان دوستان دوران کودکی من بودند؟ نه مگر همینان دست در دست من بازی می‌کردند؟ نه مگر همینان بزرگ شدند و حال در برابر من ایستادند؟ آنان که در آن دور زمان دندانی برای من تیز نکرده و نمیخواستند جانم را بدرند. یعنی همه این دریدنها از همان رشد کردن اجزای بدنمان بود. یعنی مردان هم اجزایی برای رشد و پیدایش دارند. وای که باز هم تن به معصیت و گناه دادم. باز باید استغفار کرد. مگر خاطرت نیست که در کلاس و مدرسه آنگاه که به بخش تولید مثل می رسیدیم، آن زمان که باید از این مسائل می گفتند، حتی معلم کلاس هم شرم می کرد و خدایا توبه می خواند. می گفت حرف زدن از این مسائل هم هرزگی آفرین است. باید خاموش شد و هیچ درباره‌اش نگفت و ندانست. اما معلم، انور، محبوب، خاله عاقله‌ام، این دنیایی که شما از یکدیگر هم می پوشانید تمام جهانتان را در بر گرفته است. حتی ثانیه‌ای هم ما را رها نکرده است. تکرار آن صدای کراهتبار دیوانه‌ام کرد. وای که دیوانه‌ام کرد. وای که اینان مرا برای دیوانه کردن به دنیا آوردند تا تمام اجزای تنم را بدرند. ای کاش باری برای همه ایشان اور می شدم و در خیابان در برابرشان می ایستادم تا بیایند و تمام پستان رشد کرده‌ام را به دندان گیرند و پاره کنند. ای کاش در همان حال یکی عورتم را تکه تکه می کرد و در خون وامی ماندم. اما به فردای آن روز و بعد از گذشت تمام دردهای بر جانم دیگر جهان جنسی نبود و اینان دیگر آلت را نمی پرستیدند. زنگ صدایش دیوانه‌ام کرد. آنگاه که به نجوایی در گوشم خواند آلتت را بخورم دختر چادری. چه چیز زیر آن چادر داری و برایمان رو نمی کنی؟ ای وای که با هر بار شنیدن آن صدا، هر بار شنیدن لابه های این دیوانگان مرا به دنیای دیوانگیشان برد. مرا آنجا کشاند که به همه، حتی آن زن باردار، آنگونه نگاه کنم که همه می نگرند. آخر آنان می دانستند باید چگونه نگاه کنند. می دانستند و من باید همرنگ این جماعت دیوانه می شدم تا زنده بمانم. نمی خواستم به یک رنگی اینان تنها آلتهایشان را به جهان نظاره کنم. آخر دیوانگان، همه ی وجود من که آلت نیست.
من که در این ذره از جانم وانماندم، اما شما همه دنیا را در میان همان خط بر اندامم جسته اید. ای کاش می شد که به سیاره‌ای دورتر مرا تبعید می کردند و از این دیوانگی ها دور می شدم. ای کاش می رفتم آنجا که برای روزهایی از اینان دور باشم و دیگر چشمم به چشمانشان نیفتد تا دوباره همه دنیایم را در همان آلت خونین ماهیانه ببینند. چادر بر سر و صورتم سنگین بود. هر بار با خود می خواندم نکند این چادر بر سر باعث تقلای این دیوانگان شده است که مرا مجسم به آلتی در جهان می بینند. یعنی آنان مرا به شکل آلتی در پرواز دیدند که گفتنشان هم همان ذره از جسم من است. نمیدانم، اما این چادر راه نفس کشیدنم را بست. میخواهم برای یک بار هم که شده از این کفن مشکی بیرون بیایم و بتوانم در این خاک بیماندن در کفن راه بروم. از آن روی بود که چادر از سر کشیدم و راه رفتم تا شاید از نگاه‌هایشان بر جانم کم شود، اما آنان بیشتر نگاه کردند. حال برایشان دیدن اندامم راحت تر بود. دیگر چادری نبود تا جان مرا از نگاه‌های هرزه آنان دور کند. حال در برابرشان عور بودم. وای که از رفتن و آمدن در میان این آلت پرستان سخت و دیوانه شدم. هرگاه در هر کدام از این منزلگاه‌های عمومی یک نفر هست که برایت دندان تیز کرده باشد. می آید، آرام آرام به بدنت نزدیک می شود. اندام چرکینش را به تنت می زند. خود را به تو می مالد و بعد از چندی اگر از تو هیچ واکنشی ندید دست می اندازد تا پستانهایت را لمس کند، تا آلتت را بشناسد. او عمر درازی است که به این آلت و پستان نظر افکنده و هر بار ذهنش آنها را تصویر کرده و حال برآمده است تا ببیند آیا آنها به اندازه‌ای کافی رشد کرده اند، آیا هنوز عورتت خونین و در خاک مانده است. اول بار که جسم مردی را، یکی از همان بوالهوسان را بر اندامم لمس کردم دیوانه شدم. قرمز و سرخخون فریاد زدم. اما نگاه به پشت آن جماعت بیشمار چه چیز را برایم روشن می کرد؟ اینان که همه بوالهوسند، اینان که همه در این منجلاب غرق شدند. چه کسی را می توان در میان آنان به محاکمه کشاند؟ اصلا چه کسی آماده است تا به محاکمه کشیده شود؟ چه کسی آنان را محاکمه خواهد کرد؟ یکی از همانانی که باری چنین کاری را کرده است؟ اصلا شاید در ناخودآگاه به آنان فرمان آمده است که از این کارها بکنند، اما بیش از حد به پیش نروند. شاید اذن چنین کاری به آنان داده شده است. شاید هر کدام برای خود باری این کار را کردند و به آن راضی و خوشنودند. شاید مرگ بر جان من لانه کرده است که در این دیوانه خانه دنیا گیر کردم و باید مدام در این چنگال دیوانگی عمر را سپری کنم. آن یک بار تنها بار لمس تن دیگری بر جانم نبود. آن یک بار تنها بار لمس شدنم نبود. یک بار به کوچه‌ای تاریک کسی دست به باسنم زد. یک بار در میان اتوبوسی کسی پستانم را فشار داد. یک بار در تاکسی یکی دست به رانهایم زد. بسیار بارها از پشت خود را به جانم نزدیک کردند و هر بار به جان همه رسوخ کردند و پاکی جانشان را دریدند. ای مرگ، برایم ذره‌ای لالا کن، کتابم نیست. ای کاش برایشان عور بدنم را نمایان می کردم تا بیایند و تمام جانم را بدرند و دست از این دیوانگی برکشند که با این دریدن همه وجود ما از زندگی ساقط شده است. آنان باری دست کشیدند، باری اندام را به دیگری چسباندند، باری اندازه پستانی را لمس کردند، اما این درد به طول تمام دوران همراه ما بود. هر بار آن دست ننگین را به دنیایمان دیدیم، باری آن دست را با دستان پدرمان گره زدیم، باری با دست برادرمان و به دورتری با دستان شوهرمان. در خواب هم دست از سرمان بر نداشت، به جانمان تجاوز کرد، وجودمان را درید و باز به همراهمان بود. احساس گناه و شرم همه جانمان را درید و به پیش رفت. هر بار خود را ناپاکتر از پیش دیدیم و هر بار برایمان عنبر خاتونی بود تا لابه سر دهد که آری، پاکی تن به فلان و بهمان از میان خواهد رفت. دوست داشتم تمام عمر را به میان همان اتاق سپری کنم، نه بیرون بروم و نه در میان جمع خاندان عمر بگذرانم که می‌خواستم همه عمر را به تنهایی و در میان همان اتاق به پایان برسانم. آری،
دلم تنها هوای تنهایی داشت. دیگر نمیخواستم بیرون باشم تا نگاه‌های هرزوار همواره به دنبالم باشد. نمیخواستم به جمع آدمیانی بروم که با نگاه‌ها دنبالم میکردند، به بدنم چشم میدوختند و با نگاه بر اندامم تنم را میسوزاندند و به پیش میرفتند. نمیخواستم به جمعشان باشم تا با کلامشان تکه و پاره‌ام کنند. یک بار از آلت اورم، از خوردنش، از به دندان دریدنش، از زیبایی، از همخوابگیش برایم سخن برانند و همه وجودم را به دریایی از نجاست بکشانند. نمیخواستم به جمعشان باشم تا دست بر بدنم بکشند. یک بار در کوچه‌ای تاریک به خلوت تنم را لمس کنند، یک بار آرام و در میان دیگران خود را به بدنم بچسبانند و یک بار با موتور از کنارم رد شوند، تنم را لکه‌دار کنند و با گفتنشان آتش به جانم بکشند. نمیخواستم در این دیوانگی ها بسوزم. هر روز از خودم، از دنیایم، از همه انسانها بیشتر و بیشتر متنفر می شدم. هیچ از آن همسنان کودکی باقی نماند که همه به این هرزگی ها واماندند. همه در این دیوانگی ها غرقند و همه در این آلت پرستی به ستایش مشغولند. همیشه میخواستم به میان همین اتاق باشم و همه روز را در میان همین خلوتگاه بگذرانم. اما مگر امکان چنین دنیایی بود؟ حتما چندی دیگر محبوب خاتونی بود که به پیشوازم بیاید، باز برایم از هرزگی های مانده در وجودم سخن براند، باز برایم تصویری از دختر راستین و پاک دهد که فرسنگ ها با من و دنیای من فاصله دارد، باز برایم از کودکی و نوجوانی خود سخن براند و به جان نیمه جانم فخر بفروشد، باز برایم از داستانهای اخلاقی انور بگوید و آن زن چاق درشت هیکل را قدیسه عالمیان معرفی کند. آن قدیسه درشت هیکل از چه زمان قدیسه شده است؟ او با کسی همخوابگی کرده است؟ آیا به آغوش دیگری خوابیده است؟ آیا توانسته با کسی ارتباط برقرار کند؟ اگر کرده، آیا از نظرش این هم شرمگین است؟ او روزی چند ساعت به این مسائل جنسی فکر می کند. آیا به چیزی جز این مسائل جنسی هم فکر کرده است؟ حقا نمیدانم او در چه دنیایی و با چه کسانی زندگی می کند، اما مطمئنم که همه دنیایش همین فکر کردن هاست. فکر کنم هر شب خواب عورت و آلت می بیند. فکر کنم بعضی اوقات فکر می کند که پستانهایش آنقدر بزرگ خواهند شد که بترکد و از درونش همان خون ماهیانه بیرون بریزد. وقتی بیرون است، آیا مردان و زنان را بجز سیمای آلت و عورت دیده است؟ آیا در آنان چیز دیگری که قابل تأمل باشد جسته است؟ نمیدانم او کیست و در چه دنیایی زندگی می کند. اما حال مرا به دنیایی وامانده رها کرده است که همه دنیا را در همین سایه و در نگاه شهوت می بینم. این عورت و آلت همه دنیای من شده است و همه در همان روزی می خورند. وای که اگر در این اتاق و به تنهایی خواستم تا خود را بیالایم چه؟ اگر خواستم دلگرفتگیم را با حمامی بر سر آورم چه خواهم شد؟ اگر سرم به تخته‌ای خورد و خواستم دوشی بگیرم، لباس تازه‌ای بپوشم، ذره‌ای از آن رنگ جادو بر لبانم بمانم و بر جانم عطر بزنم چه می شود؟ محبوب خاتونی خواهد بود تا به من بفهماند که من هرزه‌ای بیش نیستم و این آلاییدن تنها به معنای هرزگی است. آخر مگر دختر پاکدامن تا این حد به حمام می رود؟ مگر خود را می آلاید؟ این تنها کار هرزگان است. اگر دختری در روزی 2 بار به حمام رفته باشد، بیشک دیگر از هرزگان بوده و تنش را برای همخوابگی با دیگران آلاییده است. اما محبوب خاتون، شاید من دیوانه از این نجاست بر جان مانده خسته شدم. پاکی از آن خودت، از آن همان زن عاقله درشت هیکل، از آن همان خواهر بلورین تنت. من میخواهم اصلا هرزه باشم، میخواهم بروم، میخواهم به حمام بروم و این خون بر تن مانده‌ام را پاک کنم. اما نمیخواهم مرا هرزه بخوانی، نمیخواهم مرا مورد آماج و حملاتت قرار دهی که آری او هرزه است، که آری او تنش را برای در اختیار دادن به دیگران تمیز و طاهر کرده است. وا مصیبتا، از آن روز که دختری بخواهد از شر موهای زایدش رهایی یابد. اگر در باب چنین چیزی با محبوب خاتونها حرف بزند چه می شود؟ اگر بخواهد موهای اطراف عورتش را بزند چه خبط بزرگی کرده است؟ مگر دختر پاکدامن به چنین موضوعی فکر هم می کند؟ مگر او هم می تواند به چنین کاری دست بزند؟ مگر می تواند موهای زایدش را بریزد
و به چنین شرمکاری فکر کند. این موها را باید بلند کرد و بافت. شاید آنها هم بخشی از بکارت زنان است. شاید آنها باید آنقدر انبوه شوند و روی آلت را بگیرند که مانند چادر تمام بدن را مدفون در ندیدنها کنند. شاید به روز ازدواج مرد باید آنها را بزند و ببیند که زیر آن همه موی چه چیز مدفون شده. ای وای که من هم چنین دنیایی را نمیخواهم. نمیخواهم همه زندگی مشترک و داشتن همسر را به همین آلت و عورت و پرده و موهای زائد برسانم و همه چیز را به چنگال همین نگاه ها وانهم. من چیزهای فراتر از این دیوانگی را میخواهم و در حال جستن آن فراترها بودم، اما خیال باطلی است که در میان این جماعت به چنین دنیایی چشم دوخت. باز یاد حرفای آنان میافتم. باز آنان قصه میبافند. باز باید ببینند که چه کسی ازدواج کرده. به شب هجله چه کردند؟ آیا به آغوش مرد خوابیده است؟ آیا با او کاری کرده است؟ شاید به مثال دیرترها باید بروند و به پشت دروازه های آنان بنشینند و پارچه خونینی را ببینند تا باورشان شود که دختر باکره است. اما نه، امروز دنیا پیشرفت کرده و دنیای آلت پرستان هم پیشرفت کرده است. حتما او را به مطب دکتری میبرند تا آلتش را، همه جای بدنش را معاینه کند که مبادا دست نامحرمی به نخورده باشد. اما آیا آن معاینه‌گر دست درازی مردان بوالهوس در خیابان را هم تشخیص می‌دهد؟ مثلا آن یک باری که به پستانم دست زدند را می‌فهمد؟ اگر فهمید درباره‌ام چه قضاوتی خواهد کرد؟ آیا من تمام پاکیم را از دست دادم؟ اگر باری به پشت جعبه جادو مسابقه ای از کشتی مردان نشان دادند چه؟ اگر من نشستم و با آن مسابقه چشم دوختم چه می شود؟ اگر در همان لحظه و همانجا محبوب خاتون و خاله عاقله بودند یا هزاری چونان درباره‌ام چه فکر می کردند؟ آیا آنها هم باور دارند که من به اندام مردان چشم دوختم؟ به هیبت‌های تنومند آنان چشم دوختم؟ اصلاً من به کناری، آیا محبوب خاتون نگاهش به اندام آنان نیست؟ آیا هیبت آنان را ندیده است؟ چرا؟ محبوب خاتون در بسیاری اوقات به شلوار مردان چشم می‌دوزد. با چشم‌های خود چندین بار دیدم. حتی بسیاری اوقات خودش هم گفته است. مثلا از نوع نشستن مردی گلایه کرده است که کل بدنش را به حراج گذاشته و یا آنکه چرا آن مردک دیوانه زیپ شلوارش را نبسته است. پس چرا من نفهمیدم؟ پس چرا من به شلوار و بیشتر از آن به زیپ شلوار او نگاه نکردم؟ اما محبوب خاتون تمام حواسش در گروه همان شلوار و همان زیپ نبسته است. در میان آن مسابقه کشتی چه؟ باز هم به همان جای زیپ نگاه می کند. باز هم می بیند که آن بخش از بدن او باد کرده و بزرگتر از جاهای دیگر اوست. آیا او جز این آلت و عورت چیز دیگری را هم دیده است؟ مثلا اینکه چگونه با هم مسابقه می دهند، چگونه فن روی هم می زنند، چگونه با مهارت یکدیگر را بلند می کنند. اصلا شاید وقتی آن دو بر زمین و روی یکدیگرند محبوب دیوانه شد و همه چیز دوباره برایش رنگ و بوی جنسی گرفت. آمد و جعبه جادو را خاموش کرد و به من متذکر شد که دختر پاک به چنین صحنه‌هایی چشم نمی‌دوزد. این دختر پاک دمار از روزگار من درآورده است. منی که همیشه میان این هرزگی و پاک بودن شناور بودم. هر بار مرا به دامان هرزگی نشاندند و آن تصویر والای از پاک بودن را در دور دستری نشاندند تا تنها به آن چشم بدوزم و بدانم که آن تصویر در دور دستر است و برای من نیست. برای دستیابی من ساخته نشده است. آن را تنها میتوان دید و بر او حسرت خورد. آن جایگاه قدسی تنها از آن همان عاقل زنانی است که دنیا را تا این حد در آلت و عورت دیدند و منی که شاید در دیر زمانی به این جایگاه رفیعی دست یابم. شاید آنقدر به این دیوانگی ها رسیدم که دیگر هیچ از خودم را به خاطر نیاوردم. شاید مثل محبوب خاتون هفته یک بار، آن هم به اکراه حمام رفتم. به اندامم نگاه نکردم که مایه شرمم بود. هیچ وقت خود را نیاراستم و تنها به نگاه عورت‌های او در خیابان نگریستم. شاید آنجا بود که مرا در تمثیل همان پاکتن خواندند. در میان آن دور دستا و در میان آن کودکی ها بودند دوستانی که با هم زندگی را گذراندیم، با هم بزرگ شدیم.
آری بعد از دورانی که میان ما و پسران دیوارها کشیدند و آنان را از جمعهای ما دور کردند، ما را به میان آن چادرها و پستانهای بزرگ و آلتهای خونین زندانی کردند و آنان را به دور دستانی نشاندند با دندانهایی تیز شده تا هر وقت توانستند اندامشان را به تنمان بمالند. اندازه پستانهایمان را به دست بگیرند و خون بر عورتمان را لمس کنند. آنان ماندند و پر از کینه از این دور ماندنهایمان هر بار برایمان چیزی گفتند و هر بار با حرفها، نگاهها، دستها آتش به دنیایمان نشاندند و هیچ از آن دوستیها باقی نماند. حتی میان من و امیری که با هم فرسنگها فاصله داشتیم. اما تمام دوستی ما با هم جنسانمان رقم خورد. همه دنیای ما با هم و در کنار هم شد. همه جا با هم بودیم. در کنار هم دنیا را با هم به پیش بردیم و به جهان پیش رفتیم. هر بار در کنار هم بودیم و همه دنیایمان با هم بود. در کلاس، در مدرسه، در خانه، در تنهایی، با حرف و سخن، با لمس و آغوش کشیدن، همه چیزمان به هم گره خورد و یکی از آن همجنسان هم سنگ صبور من شد تا دنیا را با او و در کنار او ببینم. دیگر هیچ برایم باقی نمانده بود و باید همه چیز دنیا را در وجود او میافتم. چه دنیایی میشد این دنیای ما. تمام دردها و رنجها، تمام درد و دلها را باید که با هم میگفتیم. باید که با هم بودیم و باید که با هم دنیا را سپری میکردیم. با هم در خلوت، با هم در اتاق، با هم در کلاس و سرآخر با هم به آغوش هم میرفتیم. او آغوشش را باز کرد و باری مرا به خود فشرد. تنم فرای تمام این آلت و عورت پرستی ها گرم می شد. به آغوش او گرم می شد تا به آن گریه کنم، تا رنجهایم را با او و در کنار او آرام کنم. دلم آغوش گرمی می خواست تا در کنارش بدانم که این تن شرمگین نیست. او با تنش به من فهماند که ما کثیف و هرزه نیستیم. ما انسانیم و این بخشی از وجود ماست. آری، او آغوش گشود تا در آغوشش چیزهای دیگری به جز آلت و عورت را به اندام هم بشناسیم. در میان کلاس، آنگاه که باز دیوانگان برآمدند برایمان از عفت و پاکی و عصمت و هزاری قصه می گفتند، ما دست به دست هم می دادیم. دستها را به هم می فشردیم. در آغوش آن دستان آرام به هم می گفتیم. پاکی فرای این لاتایلات است. او نگفت. من هم هیچگاه نخواندم. اما دستهای نالانمان گفتند. آنان که از جانمان بودند گفتند. پاکی به این تن نیست. به عورت نیست. به آلت نیست. به پرده ها و موهای زائد نیست. پاکی فرای همه این هاست. آرام دستانمان به گوش تنمان نجوا کرد. آرام برایمان گفت و خواند و تنان هرزه پنداشته را پاک و مطهر کرد. آرام در آغوش دستان اشک ریختند. این اندامهای سرکوب شده، این جانب نجاست کشیده شده از دردهایشان با یکدیگر سخن گفتند و گرم شدند. به گرمای وجودشان هر فکر هرزه‌ای را از دنیایمان دور کردند و باز به کنار هم زنده شدیم و دوباره زندگی کردیم. فراتر از دنیای بیمار اینان. همه دنیایمان بودن با هم بود. دیگر هیچ به دنیا نداشتیم جز با هم بودنمان. این شد که دنیا در درون ما پیش رفت و بالغ شد. این بار نه پستان داشتن و نه عورت خونین بود. این بار فراتر از این دنیای آلت پرستان بود. به مهر بالغ شد. به دوست داشتن و عشق بالغ شد. هر بار در رویایی تازه سر برآورد و به میان قلب‌های من ریشه کرد. او دست به موهایم برد و آرام با دستانش موهایم را نوازش کرد. گفت چه زیباست. من دست بر دستانش بردم و آرام دستانش را به دست فشردم و گفتم چه زیباست. آری، همه جان ما زیبا بود. نه کثیف بود و نه هرزه. آن روز که به لبانش رنگ جادو کشید، گفتم با این رنگ لبانت زیباتر از پیش است. چهره سرخگونش آرام به سخن آمد که عطر تن تو هم زیباست و مرا به دنیای زیبایی ها می کشاند. هر بار دست در دست هم، نگاه به چشمان هم، هر چیز را از دنیایمان رو بودند. تصویر کردیم، با هم ساختیم، اما زمانی نگذشت که آلت پرستان فهمیدند و نگاه بر دستهای در آغوش هم به زیر نیمکت دوختند. مدرسه بار دیگر جهنم شد. آتش به پا کردند تا هرزگان را در آن بسوزانند. آمدند و گفتند اینان هرزند. اینان دستها را به آغوش میکشند. اینان میخواهند به آلت هم دست بزنند. پستانهای هم را بفشارند. اما آلت پرستان
به هر چه باور داشتید اینان نبود. هیچ از اینان به دل ما جای نداشت. ما از شرم در اندام ماندهمان رها شدیم. دنیا را چیزی فراتر از آلت و عورت تصویر کردیم. به هر چه باورتان بود چیزی فرای این دیوانگی ها خواستیم. اندام رنجورمان پیش آمد تا بگوید ما شیء برای ابراز هرزگی نیستیم. ما آمده تا مهر بیاموزیم. ما آمده تا مهر ارزانی کنیم. اما دریغ و صد افسوس که دنیای آلت پرستان بود و همه چیز را به پستانهای بزرگ شده و آلتهای خونین دیدند و دستهای زیر نیمکت ما را به آلت یکدیگر تصویر کردند. نفس قدری آرام بمان. دیگر نیا کتاب ماندنم نیست. کاش تو هم آرام میماندی و ذره‌ای به شرم اینان که همه جان را سوزاندند میسوختی و خاموش میشدی که نبودنت برای چندی پایان دنیای ماست. ای کاش آرام میشدی تا ما هم برای ثانیه‌ای آرام شویم. اما تو آمدی. با آمدن و رفتنت باز جهان ادامه یافت. باز آمدند. ما را به هر چه در ذهن آفریده بودند متهم کردند. هزاری محاکمه ها برپا شد. این دو دختر مایه ننگ و بی‌عفتی جامعه اند. اینان عرش خداوند را به لرزه در می آورند. هر کسی داستانی به ادامه اش ساخت. یکی گفت آنان را در آغوش هم دیده است. یکی گفت آن دو همدیگر را بوسه باران می کردند. یکی گفت آنان دستهای هم را فشردند، اما هیچ کس نگفت که آنان به هم عشق ورزیدند و محبت کردند. همه چیز باز عورت و آلت شد. همه چیز باز به حصر همینان درآمد و هزاری از محبوب خاتونها بودند که ما را هرزه بخوانند. به صورتمان کوفتند. ما را هرزه خطاب کردند. باز با دنیای تیره و تارشان دنیایمان را تیره و تار کردند و باز به نجاست واماندیم. داستان فشردن دستهایمان به همه جا کشیده شد. محبوب خاتون از آن شنید. خانه را جهنم کرد. ما را سوزاند. باز به خود لعن فرستاد که این مجازات کدامین گناه اوست. داشتن من جزای چه کرده او در دنیاست. باز از داشتن من احساس شرم کرد. باز از خدا خواست که مرا سنگ کند. کاش به جایم سنگ زاییده بود و باز ادامه داشت. راستی با تو چه کردند؟ تو را چگونه عذابی دادند؟ با دستهای آرامت چه کردند که به من عشق ارزانی دادی؟ دستهایم آرام برایت دلتنگی کرد. باز هم آغوش گرم تو را خواست. من آغوشت را خواستم. فراتر از آلت و عورت. میدانم که نمیفهمید. آخر دنیایتان هیچ فراتر از آلت نداده است. هرچه بود از صدقه سری همان آلت است. اما مهر هم به جهان زنده است. اما مهر هم بخشی از دنیای ماست. هرچند که آلت پرستان همه اش را به خاک سپردند و ما نجس خوانده شده ایم. کلاس‌هایمان از هم جدا شد. فراتر از آن مدرسه ایمان از هم دور و دورتر شد. دیگر نگذاشتند تا یکدیگر را ببینیم و یکدیگر را به آغوش بکشیم. اگر حال بودی تمام جانم برایت اشک میریخت و باز لابه میکرد. باز ناله سر میداد و به آغوشت مینشست. باز میگفت که در این روزگار چه با او کردند و چه بر او خواندند و اندام تو آرام او را در آغوش میکشید و از مهر برایش میگفت. اما نگذاشتند تا ذره‌ای مهر به دنیایمان باقی بماند که همه چیز خلاصه در آلت و عورت بود. باز هم مدرسه ادامه داشت. حتی به دانشگاه هم رسیدیم. باز ادامه پیدا کرد و باز آمدند و هزاری خواندند. باز همه چیز در آلت و عورت خلاصه شد. باز آمدند و از اندامهای ننگین و شرماورمان گفتند. باز همه را شنیدیم. باز به کلاس ها بودند. بسیاری که از بزرگی حجاب بگویند. باز آمدند و برایمان تصویرهای بسیار از حجاب و این مروارید در صدف کردند. باز هم دنیای پر از شهوتشان ادامه داشت. باز همه چیز بدون عشق و مهر خلاصه در عورتها ادامه داشت. ساعتهای بسیاری نشستند و برایمان خواندند. یک بار مردی با عمامه‌ای بر سر همان داستانها را گفت که زنی با هیکلی درشت گفته بود. یک بار زنی با چادری آراسته و زیبنده همان داستانهایی را گفت که خاله عاقله گفته بود و هر بار به گفتنها همه را محبوب خاتون دیدم. همه محبوب خاتون بودند. هر کدام به تمثیلی. یکی لمس می کرد تن را. یکی از درد دنیا می گفت. یکی از هرزگی سخن راند. یکی از شرم انداممان. یکی پستانهایم را فشرد. یکی و همه محبوب بودند. همه خاتون بودند. همه شهوت بودند. همه آلت بودند. باز هم آمدند
و باز هم ادامه دادند و هر بار ادامه می‌یافت. آنقدر گفتند و صرف کردند که همه دنیا آلت شد، همه دنیا عورت شد، همه دنیا به پاکی و هرزگی غرق ماند و هیچ دیگر از جهان نماند و باز خواستم تنها باشم. باز خواستم به میان همان اتاق لانه کنم. باز خواستم در میان همان اتاق مدفون شوم تا هیچ از دنیای اینان نشنوم و از دنیایشان دور شوم. اما محبوب خاتون، تو همه جا هستی. یکی از تو در خانه است، هزاری از تو در خیابانها. اگر روزی به هر دردسری از خانه بیرون رفتم، مثلا اگر برای لحظه‌ای روسری از سرم افتاد، هستند محبوبان بیشمار که داد از هرزگی سردهند، باز می آیند و برایم می گویند. باز هستند محبوبانی که نگاه بر آلت و عورت کنند و به پستانها چشم بدوزند و باز به کلاس و دانشگاه هستند محبوبانی که برایم آنقدر از زشتی و هرزگی و نجاست و کراهت بگویند که دیوانه شوم. باز به اتاق بیایم و باز محبوب بگوید دختر هرزه خود را می آلاید، به حمام می رود، به خود عطر می زند. نفس کمی آرامتر بیا و ذره‌ای آرام باش که نفس از من رو بودند. بخواب، آرام باش. شاید به خواب دست از سرت برداشتند. ذره‌ای دنیا را دورتر از این آلت و عورت دیدند. بخواب که شاید تنها به خواب توانستی از دنیای اینان دور شوی. شاید توانستی به خواب رویایی دور از این دنیا ببینی و به بیداری آن رویا را ساختی. پس نفس آرام باش تا ذره‌ای آرام شوم. کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش 6. پخش فایل صوتی توسط کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دلم هوای مهر دارد. دلم هوای دستان گرم و آغوش عاطفه آلود کرده است. میخواهم سردهم به هر چه هرزگی است. باشد عاقله دانایان. من پست و هرزه، اما دلم هوای مهر کرده است. به هر چه باور دارید و آن را پرستیده اید، دلم هوای مهر دارد. خسته شدم از این دنیای آلوده به شهوتتان. ذره‌ای رهایم کنید تا عاشق باشم، تا به مهر آلوده شوم. میخواهم خود را به دست انجاز پنداشته شدن بسپارم. میخواهم خود را به مرداب هرزگی ها بسپارم و آلوده دوران شوم. دلم هوای دستان پرمهرت را کرده است. کاش بودی تا تو را به آغوش می سپردم. کاش بودی تا ذره‌ای به آغوشت می ماندم و برای چندی از این دنیای غرق در جنسیت دور می شدم. اما دریغا که هرچه یادگار از تو بود را از وجودم گرفتند. نامه هایت را آتش زدند. چه در میانشان گفته ای؟ چه گفته ای که همه را به کفر بدل کردند؟ آیا دوست داشتن و عشق کفر است؟ آری، در آیین اینان همه چیز به کفر بدل می شود و هیچ از مهر باقی نخواهد بود. محبوب خاتون، آیا تا کنون ذره‌ای از عشق هم نصیب برده ای؟ آیا تا کنون دستی را به مهر فشرده ای؟ محبوبان زمانم، ای دانایان عاقله، ای همه چیز دانان با غرور، تا کنون مهر را به آغوش کشیده اید؟ تا کنون دلتنگ شده اید؟ تا کنون غم دوری را چشیده اید؟ تا کنون قلبتان برای کسی زده است؟ تا کنون خواسته اید تا کسی را به آغوش بکشید؟ آیا شده است بی آلت و عورت کسی را نظاره کنید؟ دستهای پرمهر را به دستان به آغوش بکشید و دورتر از شهوت به چشمانش چشم بدوزید؟ دلم هوای دستانت را کرده است. دلم به سودای نگاشته هایت پرپر است. دیگر نشد تا تو را به آغوش بکشم. دیگر نگذاشتند تا از تو یادی را در آغوش بفشارم. لیک به ذهنم زنده ماندی و هر روز بال و پر گرفتی. یاد دستانت و در آغوش فشردنشان مستانه‌ام کرد. ای کاش روزی محبوب به پیشم می آمد. ای کاش باری پدر سفت به آغوشم می کشید. ای کاش باری در آغوش امیر اشک می ریختم و از دلتنگی هایش می گفتم. ای کاش دلتنگ هم می شدیم. ای کاش و هزاری از این ای کاش ها. اما هیچ برایم باقی نماند و باز تکرار همان نقل های دور دیوانه‌ام کرد. نشنیدن هم نعمتی است. ای کاش نمی شنیدم. هر بار از حرفایتان بر جانم نمی تازید تا ذره‌ای آرام باشم. تا ذره‌ای جهانم را دورتر از دنیایتان بسازم
و در آن تنهایی را برگزینم. اما دریغ که همواره صدایتان به گوشهایم چنگ زده و پرده هایشان را درید. آیا این پرده دریدن ها هم پایان پاکی است؟ آیا دخول انگشتی یا ضربتی پاکی گوش را هم خدشه‌دار می کند؟ در این حسر و اسارت تمام جانم به بند در آمده است. نمیتوان از این حصار دوری گزید. نمیتوان از این دیوانگی دور شد. باید راهی جست تا ذره‌ای از این هوا دور ماند و هوای تازه‌ای را بلعید. اما دریغ و صدافسوز که هوای همه این شهر مسموم است. دوباره بوی همین دیوانگی ها استشمام شد و باز همان نقل های دور دست ها را به گوشم خواندند. اما تحمل محبوبی در این نزدیکی دیوانه‌ام کرد. اما دیدن او در این حوالی پروانه‌ام کرد و پرگشودم و به دور دست ها منزل کردم تا اگر باز باید محبوبگان را دید، دورتر دید، کمتر و کوچکتر دید. رفتم و دور شدم. آنقدر دور شدم تا بتوانم از این نزدیکی محبوبگان رهایی یابم. اما محبوب به کنارم بود. هر بار به چهره‌ای در آمد. هر بار بیشتر به جانم نزدیک شد. باید به آنان گفت که میخواهم کار کنم. میخواهم دورتر از خانه کاری مهیا سازم و دنیایی فراتر بسازم. قداره ها را به دست کشیدند و به پیش آمدند تا بدرند. آن که میخواهد دنیایی را تغییر دهد. آن که میخواهد بت‌های ساخته را بشکند. اما صبر کردن و شکیبایی به منزلگاه خواسته ها لانه کرده است. به تلاشش میتوان آنچه در دور دست ها را عملی کرد. پس دور شدم. به دورترها رفتم. برای خود کاری دست و پا کردم. باز بودند هزاری در آن نانکده که دنیای را همانقدر جنسی و بیمار تصویر کنند. باز بودند تا به آلتها چشم بدوزند. دختران پستان برآمده را نظاره کنند. باری نان میدادی دستانت را لمس میکردند. آخر دیوانگان، لمس این دست بیمهر چه در خود داشته است که حتی لحظه‌ای دست کشیدن بر آن را به هر بدنامی خریده اید. ای کاش میشد تا به صحن روم و برایشان اور از مهر سخن بگویم. برایشان بگویم ای آلت پرستان، این آلتم، این پستانهای برآمده‌ام. دست کشیدنش به جبر هیچ دربر نخواهد داشت. دیدنش هیچ درد از شمایان دوان نخواهد کرد و به چنگال دیوانگی غرق خواهید ماند. ببینید، بدرید، اما بدانید که به مهر در آغوش گرفتن دستی دنیایی برایتان خواهد ساخت که تاکنون تجربه نکرده اید. باز دستها را به پیش بردند و در میان خریدن نان مالیدند و لذت بردند در دیوانگی هایشان. آخر کسی نیامد تا به اینان از مهر بگوید و برایشان دنیایی فراتر از آنچه در آن حسرند بسازد. بگوید در بر گرفتن و لذت جستن به مهر است، به عاطفه است، به عشق ورزیدن و دوست داشتن است. هیچ کس برایشان نگفت و آنان به غریزه برده شدند. بردگان دست بردند، همه را مالیدند، به خیشتنشان به دستها هم رحم نکردند. حتی لحظه ای سایش دست بر دست دیگری در جبر برایشان نهایت لذت برده و ارائه شدنشان در غریزه شد. باز نگاه های هرزه به تنها رویید و باز به چنگال دیوانگی خیشتنم آن دیدم که شاید دورتر از واقع بود. آخر من را هم همینان بالغ کردند. آخر همینان به من آموختند و به من نشان دادند. محبوب، همه را تو فهماندی. همه دنیا را تو تصویر کردی و به ما نمایاندی. محبوب، همه دنیا از آن تو بود. تو به پیش راندی و در این دیوانگی سردمدارانه به پیش خواندی. این شد که من هم به کامتان شیرین بلعیده شدم. خورده شدم. به چنگالتان هضم در آمدم و همه را آن دیدم که به جانم آموختید. هرزه پندارگان هرزه دیدند و در این هرزگی همه را هرزه کردند. مردان بوالهوس را همه بوالهوس دیدند. او چشم دوخت. آرام نگاه می کرد. به کجا چشم دوخته بود؟ اگر چشمانت را نگاه کرده بود تو به لبان دیدی و اگر بر وجودت نگاه دوخت تو به پستان شنیدی. آخر نگذاشتند تا چیزی را ببینی. همه را خواندند و تو همه را از پیش شنیده بودی. دیگر جایی برای دیدنت نماند. زنان در کفن پیچیده شده برای دریغ کردن از مردان بوالهوس است. چه باقی خواهد ماند جز مردانی که چشم به پستانها خواهند دوخت، دست بر آلتها خواهند کشید. شاید دستشان به اشتباه به دستت خورد، لیک اینان بوالهوسند. اینان هوسران و چشم چرانند. پس بیشک به گوشت خواندند و تو همه را شنیدی و هیچ ندیدی که دستانش را خیشتن پس کشید.
مردان دور باشید، دورتر از همیشه، دور از تمام تنتان، دورتر بمانید، به ما نزدیک نشوید، خیشتن را پس زنید و عقب بمانید که کوچکترین نزدیکی شما نشانه از بوالهوسی هایتان است. آنکه چشم بر زمین دوخته و نگاه بر رخسار نکرده است، به خیالش در آن سر بر زمین نشانده به چه می اندیشد؟ چرا نگاه نمی کنی؟ دیدنمان خبط و خطاست؟ چشم بستن بر همه دنیا تنها راه حل شمایان بر جهان است. نباید دید، باید کور ماند، نباید لمس کرد، باید هیچ بود تا طاهر شد. رخ بر دیدگان نگاه شهوت آلود بر لبان قرمز شده زنان است. نگاه به پایین تر، نگاه بر پستانهای برآمده است. خسته شدم، کلافه و دیوانه‌ام. دست از گریبان من بردارید، میخواهم رهاتر از شمایان ببینم. نگاه کن، هر بار که آرتا را به دوش میکشی به من نگاه کن، به من چشم بدوز. دیگر تو را قضاوت نخواهم کرد. شاید تو هم دردمندانه در پی مهر آمده ای. شاید تو هم سخن از عاطفه کرده ای. شاید اگر نگاهت پایین تر از صورت است به پستانم چشم ندوخته ای. شاید تو هم از دنیای اینان به تنگ آمده ای. بارها را به دوش بکش، به پیش بیا. شاید باری سخن گفتیم، شاید باری نگاهمان به هم دوخته شد. شاید آنگاه که به من نگاه کردی از شرم سرخ شدم و تو لبخند زدی. شاید همین سادگی ما آراممان کرد. شاید ذره‌ای از دنیای اینان دورمان کرد. بگذار آنقدر بگویند تا باز به دنیای آلودهشان حجت بیاورند. بگذار بگویند تو چشم چران و من هرزم. بگذار به ذهنهایشان من و تو را به رخت خوابمان تصویر کنند. بگذار باز آلت من و تو را عور کنند و به آن چشم بدوزند. اما من که تو را در دستان پرمهر دیدم، در لبخندهای آرامت جستم، در آرام سخن گفتن و متین بودنت جستم. بگذار آنان هرچه میخواهند بگویند، اما تو آن نباش که آنان گفتند. هر روز به ساعتی مشخص آمدی و باز نگاه کردی. یاد مهر روزهای دیرین افتادم و آن را دوباره تصویر کردم. آنگاه که دستانمان به دست یکدیگر بود و ما بی کلام سخن گفتیم. شاید بار دیگری دوباره آرام جان خسته و جسم درد را کمان سخن گفت. شاید بار دیگر توانستیم مهر را به دنیایمان بازگردانیم. پس هر بار آمدی و هر بار دنیایی را به دوشت کشیدی و همه را با درد به دورترها بردی. ای کاش تمام نگاه بیگانگان را با همان بارها از دنیایمان دور می کردی. چه آرام بودی آنگاه که برایت شربت آوردم. جرعه جرعه از آن نوشیدی و همه جان در آتش مانده‌ات از عشق به خنکای شربتم آرام شد. بنوش از هستی جانم، بنوش که خستگیت را دیدم، که عرق ریختنهایت را چشیدم. چه زیبا و متین نگاه کردی. دیگر نمیخواهم هیچ از دنیای اینان به جهانم افسون کنم. نمیخواهم هیچ راه از اینان به جهانم دهم. بگذار هرچه میخواهند بگویند. بگویند این هرزه دختر دنیای پسرک را به هرزگی ها کشانده است. بگذار بگویند آن پسرک بوالهوس میخواهد دختر معصوم را فریب دهد. بگذار بگویند این دو بی عفت پاکی را لکه‌دار کردند. بگذار هرچه میخواهند بگویند. بگذار پاکی از آن همانان باشد. بگذار ما را ناپاک و آلوده خطاب کنند. میخواهم هرزه خطاب شوم. آی مردم، هرزه‌ای با تن اور به رویای تان آمده است. ببینید تنش را، بدرید و بگویید او هرزه است. اما تو باز نگاه کردی، آرام نگاهم کردی و به چشمانم چشم دوختی. چشمانت سخن گفت، از دردهای مشترکمان گفت، از همه رنجهای دوران که به دوش کشیده ایم. تو هم مثال من دردها را چشیده ای. تو را هم بوالهوس خطاب کردند. اما تو که هوسی در سر نداشته ای، تو که برای مهر آمده ای، تو آمده ای تا فراتر از بردگی های اینان ذره ای از شهد مهر بنوشی و پرواز کنی. آمدم، باز هم آمدم و شهد به دست در برابرت نشستم تا تو باز با نگاهت به جانم سخن بگویی. هر بار نگاهم کردی، هر بار بیشتر به جانم فهماندی که عاشق شده ای و همه دنیا را در نگاه تو جستم. چه زیبا و آرام بود دنیای با تو. چه دور می شدم از هرچه اینان ساختند. چه آرام با تو به پرواز در می آمدم و چه سلانه سلانه دنیای را می پیمودم. آتش عشق وجودمان جهان را روشن می کرد. آن اول بار لمس کردنت چه رویای والایی بود، تکرار نشدنی و در آسمان ها. آلت پرستان،
و هر چه که می‌خواهید تعبیرش کنید، اما لمس جانی که مهر را در آن دیده‌ای والاترین احساس جهانیان است. والاترین معراج بر کهکشان است. باز با تن اور به میانتان خواهم آمد. باز برایتان خواهم گفت. اما شمایان که جهان را به آلت و عورت تصویر کرده اید، هیچ توان درک را نخواهید داشت. باید که جامه‌های ننگین پیشینیان را بدرید. باید خویشتن به این دریا وارد شوید و شنا بیاموزید و احساسش کنید. دست بر دستانت بدنم لرزید. لمس آن تن زیبایت آرامم کرد. تمام وجودم قلب شد و تپید. نفسهایم به شما را افتاد. همه را تو هم حس کردی. تو که آلوده به جهان اینان نشده ای. تو که والاتر از جهان اینان را دیده ای. لمس کرده ای. تو که جهان اینان وانمانده ای. این عشق را دوباره میزاید و باور خواهد کرد. به تو خواهد فهماند آنچه در نوشته ها نگنجیده و گنجیده نخواهد شد. در این دنیایی که تویی و من، هیچ بر دیگران جای نیست. باز هم آمدند. باز هم خود را چسباندند. باز هم لمس کردند. باز هم دشنام دادند. باز روسری ها را به سر کشیدند. باز با توسری حجاب بر سرها کردند. باز گفتند و کنایه زدند. باز محبوب خاتون ها بیرون آمدند و همه را هرزه خواندند و همه چیز جهان اینان دوباره تکرار دیرترها بود. اما تو بودی و جهان من تغییر کرد. دیگر هیچ از دنیای اینان نشنیدم. هیچ از دنیای اینان ندیدم. همه دنیا همان بودن با تو بود. آن احساس رهایی و عاشق شدن بود. آن تعلیم بود که کس در مکتبش نداشت. آن بود که دوباره زنده ام کرد. دوباره مرا بیاراست و پاینده ام کرد. شاید اصلا تو نبودی. آن احساس زیبا، آن فراتر از این دنیا، جهان را برایم دگرگون کرد. آن ذره از دیربازان، آن دستها و سخن گفتنها، آن دیربازان و کنایه های جسم های پاک به نجاست خوانده شده. این بار پرقدرتتر و مغرورتر از خود خواندند. این بار به من فهماندند که دنیا فراتر از این آلت در خون است. فراتر از پستان برآمده است. این دنیا و این احساس فراتر از آنچه دیوانگان بافتند است. با تو همه را دریافتم. با تو همه را احساس کردم. با تو همه را از نو سرآغاز کردم و با تو دوباره زنده شدم. اما اینها که جهان میان من و توست، همه جهان که من و تو نیستیم، باز هم آلت پرستان به جهانمان زندند. باز هم آنان هستند تا دنیا را به کاممان زهرآلود کنند و جام شوکران به حلقمان بریزند. حرفها به پیش رفت. دستها دوباره دیده شد. دوباره همان داستان آلت پرستان خوانده شد و همه را از نو تلاوت کردند. اینان هرزه و بیمایند. اینان عرش خداوندی را با هرزگی خود لکه‌دار کردند. اینان آبرو و عصمت و عفت را به باد دادند. خوشا به غیرت برادر و پدر این دختر هرزه. چه آبرویی از خانواده‌اش به باد داده است. غیرت اینان کجاست؟ و باز حرفها پیش رفت. آنقدر به پیش رفت تا به گوش محبوب خاتون رسید. محبوب دیوانه شد. همه چیز را فهمید و تمام ساخته هایش در این سالیان به باد رفت. محبوب چه می گفتی با خود در آن روزگاران؟ چه می خواندی؟ ای عاقل زن، ای خواهرم، مرا عفو کن که شرافت خانوادگی من را بر باد دادم. انور خاتون، من این گونه نبودم. این دختر از تربیت من به دینجا نرسیده است. او هرزه بالفطره بود و مرا شرمگین در برابر دیدگان همه کرد. ای خداوند عزوجل، ای بزرگ مرتبت، تو مرا عفو کن. اگر این دخترک هرزه این گونه کرده است، گناه او را پای من مگذار، تو بزرگ و بخشنده ای. محبوب، دگر چه گفتی؟ به من چه خواندی؟ شاد بودی یا غمگین؟ شاد بودی. شاد بودی که از نخستین روز مرا شناخته بودی. چه فخری فروختی در برابر دیدگان آن پدر کمر شکستم. او را هر بار به طعنه کوفتی و تحقیر کردی که همه این مصیبت ها از نادانی و دیوانگی توست. چه شادمان شدی از قضاوت پیرامون من. چه مستانه مرا هرزه خطاب کردی که هرزگی در تار و پود و خون من است. چه غمگین و شرمسار شدی از آبروی زروی رفته‌ات. هرچه در این سالیان بافتی پاره شد، پنبه شد، همه نقشه بر آب شد و تو در این خجالت و شرم واماندی. اما انتقامت را از من و آنکه عاشقم بود گرفتی. بزن، آنقدر بزن و تنم را بدر
تا خونین‌تر از همیشه باشم. آنقدر بر جانم بکوب تا تمام حرصت فرو بنشیند. آنقدر بکوب و بتازان تا آرام شوی، هرچند که تو هیچگاه آرام نخواهی شد. باز به پیش رو، بر گوش امیر بخوان، از بی‌غیرتی بگو که دامن خانواده‌ات ننگین شده است. برایش از غیرت مردان دور بگو. شاید انور هم در این راه کمکت کرد. شاید برایت حدیثی گفت تا بی‌غیرتی را بدترین ها در برابر امیر تصویر کنی. او را بساز و بپز، بیرون کن، به جای اوی بفرست که تاوان به رنج و انتقام به خون از او باز پس گیری. شاید او رفت و جان او را گرفت که اگر چنین کرد تو شادمانتر خواهی شد. نمیدانم، اما به خون کشیدنش دیوانه و مستت می کند. بوی خون که در هوا بپیچد مستانه تر می شوی. مرا به انجاس بکشان، دوباره بر سر و رویم بکوب و خون بر زمین بریز که آرامت می کند. بوی خون در هوا پخش می شود و بیشتر می دانی که من نجسم. حالا مرا به خون کشیده ای. حالا که در برابر خون من نشسته ای، می توانی با خیالی آسوده مرا هر بار نجس خطاب کنی، هرزه بپنداری و در خون ماندنم را نظاره کنی. اما سعید از این نمایش بی سر و کلاه مانده است. برای او هم کلاهی به باف و بر سرش بگذار تا به میدان بیاید. شاید رفت و در آن نان فروشی و در کارگاه فریاد زد. شاید صاحب آنجا را به بیبندواری و هرزگی متهم کرد. شاید چند چکی هم به گوش آن پسرک خواباند. شاید فریاد زد و تو آن سیب زمینی بیرگ را مردانه تر دیدی. شاید اندامش تنومندتر شد و شاید سعید را به جان من بینداز تا او هم همه دردهایش را از من باز پس گیرد. فریاد بزند که همه آبروی ما به باد رفته است. این آب از کجا آمده و به کجا می رود که همه‌اش به دستان من است. آغوش فشردن دستان. همه آن آب را از کف می دهد و از آن هیچ باقی نمی گذارد. این آب را از کدامین رود گرفته اید؟ ای کاش باری به من نشانش می دادید تا برایتان از آن آب پر کنم و به کرات بیاورم. آنقدر از آن آب در زندگیتان پر کنم که دستان و حتی آلت دیگری باعث از کف دادنش نشود. سعید، تو هم بکوب. من همه را به آغوش گرمت تعبیر کردم. من همه را به آغوش نکشیدنهایت بدل کردم. آن دست کوفته بر صورتت را به بوسه‌ای بدل کردم که هیچگاه از صورتم نکرد. در خیال همه مشت و لگدهایت را به نوازش موهایم بدل کردم. بزن، آرام شو. شاید این کوفتنها ذره‌ای آرامت کند. شاید از دردت بکاهد. اگر دردت این گونه آرام می شود، اگر آب رفته از جویت این گونه باز می گردد، پس بتازان و بزن. آن دستها در هم تنیده شد. فرمان روایی را به محبوب بازگردان. دوباره پادشاه شود. دوباره بر زندگی دیگران حکم کند. دختر که به دانشگاه نمی رود. دختر که به سر کار نمی رود. دختر که با دیگران سخن نمی گوید. دختر را باید قبل از سر برآوردن از تخم شوهر داد. حال فرمانده تویی. بتازان و محکوم کن. حکم کن که همه ما محکومیم. من محکوم باید به هر آنچه که میگویی سر نهم و همه را به گوش جان بسپارم. باید همه را به گوش دل بگیرم و همه را در پیش بخوانم که تو حکم کرده ای. که تو حاکم بر جهان آمده ای تا حکمت را به پیش بری. لفظ شوهر در خانه پیچید و همه خانه بوی شوهر گرفت. اما من از شوهر چه دیده و شنیدم؟ چه گفتند برایم از آن مردی که مالک بر جانم خواهم شد؟ آن تصویر دورترها در برابر دیدگانم است. آن دورتری که به ناگاه به خانه آمدم. آنجا که بت در برابرم شکست و به زمین ریخت. محبوب، خاطرت هست؟ آیا تو فهمیدی؟ آیا تو دانستی که من همه را دیدم؟ آیا تو دانستی که من تو و سعید را به هماغوشی و در آغوش گرفتنتان را دیدم؟ ای وای که هوا و نفس به درون سینه‌ام حبس مانده است. تو را در آغوش دیدم، اما نه به مهر، نه به عشق که همه غریزه در میانتان بود. آن روز شوم را هزاری به دل دوره کردم. هر بار چهره از شمایان در برابرم بود که جان یکدیگر را می‌دریدید. تو به آغوش سعید منزل کرده بودی. او تو را به بر گرفته بود و تو را به حصر کشیده بود و تنت را می‌درید. تو جان می‌دادی و او سوار بر جانت را می‌درید.
وای، آلت اوریان مرا دیوانه کرد. آخر یک بار برایم نگفتی و من از این بودن هیچ ندانستم. ای کاش باری به گوشم خوانده بودی که چگونه مرا آفریدی. ای کاش یک بار برایم از داستان هماغوشیتان نقل کرده بودی تا خود آن تصویر را در برابر نبینم و این دریدن را نشنوم. تو که همه دنیا را به آلت در برابرم نشاندی و هیچ از مهر برایم نگفتی، پس من هیچ از آن آغوش کشیدن به مهر ندیدم و همه آلت بود، همه عورت اوریان بود و من کودک چه می دانستم جز تنفر و شکستن بتی که دنیایم را به دیوانگی کشاند. ای کاش ذره‌ای مهر به آغوشتان دیده بودم. ای کاش بوسه‌ای به لبانتان خشک مانده بود تا شمایان را به مهر تصویر کنم. اما همه‌اش دریدن شد. همه‌اش آلت اوریان شد. از سعید بیزار شدم. تو را هرزه پنداشتم. آخر همه گفته‌ات هرزگی در این بودنها بود. هیچ از مهر به میانش نبود. و این کودک شنیده از هرزگی چه دید جز دریدن جانتان؟ حال نام شوهر به گوشم زنگ میزند و آن را به دریدن تنم تعبیر خواهم کرد. آیا او هم آمده تا جان مرا بدرد؟ میخواهد اوریان تنم را به دندان بکشد. میخواهد آلت خونینم را تکه و پاره کند. او میخواهد به خونم بنشاند و خون ریختم را به دیگران نشان دهد. به دیگران بفهماند که من باکره بودم. به دیگران بفهماند که این صید اوست. او مرا شکار کرد و همه جانم از آن اوست. ای کاش ذره‌ای مهر را پرورانده بودید و از این شهوت لخت دوری می‌گزیدید. ای کاش ذره‌ای این عورت و آلت را به فراموشی می‌سپردید و به جایش مهر را منزل خانه‌مان می‌کردید. وای از آن روز که در برابرم به گوشم شنیدم که با سعید از بکارتم گفتید. وای که باز با زبانتان آتشم زدید، به خاک سرم نشاندید و باز به من فهماندید که همه چیز دنیا در آلت و عورت زنان و مردان است. باز برایم نقشه کشیدید که مرا به معاینه برید، بدانید که من پاک و طاهرم. اما ای آلت پرستان دنیای ما به مهر رقم خورد. آلت به میانش نبود، همه اش مهر و عاشقی بود، همه اش در آغوش کشیدن بود و 100 حیف که هیچ از آن ندانسته اید و همه جهان را عورت و آلت نمایان دیدید. همه را در آغوش عور تصویر کردید که ناله می کنند، که لذت می جویند، که پاکی می فروشند، که تن عرضه می کنند و وای که همه چیز بار دیگر آلت و عورت شد. عور تنان به میان آمدند که اگر به مهر دست برون دادند، تو آن دست را تصویر فشردن پستان بزرگ شده تصویر کردی و باز به حالت خونین آنان چشم دوختی که در روز درآمیختن مردان زنان باکره انتظارشان را بکشند. لغلقه زبانتان پاکی و بکارتم شد. دیوانه شدم. باز تصویر شمایان در برابرم بود که تن از هم می دریدید و سعید در دوردستهایی برای خونین کردن تن تو، برای آلت خونین شده از تو دندان تیز کرده است. سعید، تا پیش از اینها تو به جانم ذره‌ای جای داشتی. به دل با هر چه داشتی و نداشتی تو را پذیرفتم و با تو یک دل شدم. اما به گفتن پاکی تنم، به اعتماد نداشتت، به در پی معاینه بودنت همه جهانم را کشتی. تو هم مرا آنگونه ندیدی که بودم. ندیدی چه تقلایی برای به آغوش کشیدن دستهایت کردم. هیچ از من ندیدی و هیچ بر دنیایم نگذاشتی تا بماند. محبوب حاکم شرع و دنیای همگان است. ای محبوبان زمان، ای آلت پرستان جهان، باز به بندم درآورید. مرا برای معاینه بکارتم به پزشکی قانونی ببرید تا مبادا خون ریخته از آلت پرخون همیشگیم ذره‌ای از آب جوی شما را به باد دهد. ببرید و بر من بتازید. اگر پاک بودم هم به من بتازید و باز در فکر شهوت آنگونه دیگر تصویر کنید که بکارت دختران در آن محفوظ است. آخر شمایان از دیرباز آنگونه فهمیدید که به شما خوراندند. این درد هزاری توی هزاری است که به همراه ما لانه کرده است و شمایان همان راه جی کرده که به شما آموختند. پس مرا آنگونه بدرید که شمایان را دریدند. آخر به ما دریدن آموختند و به هیچ به ما عطا نکردند. همه را از مهر دور کردند و آن ساختند که همه دنیا
به طول تمام دوران به قعر شهوت مدفون شد. باید او را شوهر داد. باید این لکه ننگ را از پیشانی و دامان پاک کرد. او مایه ننگ و آبروریزی همگان است. انور آمد و برایت خواند. زن عاقله، آن خاله بلورین تن آمد و برایت از همینها گفت. محبوب بیرون بود و هزاری محبوب در برش. همه آلت پرستان با هم و در کنار هم خواندند که باید دختران را پیش از آن که چیزی بدانند شوهر داد. پس باید که آستینها را بالا زد و دختران را به خانه بخت و نگونبختی فرستاد. سعید، بی غیرت، نمیخواهی آبرویت را بازجویی؟ نمیخواهی از شر این ننگ خانمان برانداز رهایی یابی؟ برو برای دخترت شوهری دست و پا کن. باید به همه رو انداخت. باید در برابر همگان خیشتن و آن دختر بیبخت را به حقارت نشاند. باید به همگان سر تعظیم فرود آورد تا شاید یکی پیدا شود و این لکه ننگ را از دامان ما پاک کند. باید از شوهر او سپاسگزاری کرد. اصلا شاید سعید بر دستان آن مرد هم بوسه زد. حتی اگر زن مرده بود یا حتی اگر خواست به عنوان زن دوم او را مالک شود، باید به دستان این شوهر گران بوسه زد. اگر مردی پیدا شد که به عنوان زن اول و رسمیش پا پیش گذاشت، باید که قدومش را طلا باران کرد که این گونه از خود جوان مردی و شکوه نشان داده است. ای آلت پرستان دیوانه، ای دیوانگان جهان، آیا از آنان هم بکارت طلب کرده اید؟ او که زن از خیشتن داشته و دارد، یا آن جوان مرد که از نگاه شما دست به دیگری نزد، لمس نکرد، چون شما تن دیگری را ندارید. اینها هیچ ارزشی در میان نیست و همه اش را باید به باد فراموشی سپرد. باید آنچه را در پیش گرفت که آبرو را بازگرداند. باید زنگ زد و به دوستان و آشنایان حقارت دختر را فروخت. او را به خاک نشاند و در برابر مالک تازه‌اش در خون کشت. سعید، محبوب می‌خواهد این تن خونین را با مشت و لگد به خون نشانده بفروشد، شاید در ازایش بهای بیشتری کسب کرد. خستم ای نفس، دست از سرم بردار، بگذار آرام بخوابم و هیچ نبینم. اما تو که به این سادگی ها دست از سرم بر نخواهی داشت. پس بگذار به همان پشت بام روم. بگذار تا ذره‌ای در آن هوا نفس و پرسه زنم. بگذار تا اور به آسمان پر کشم. کجایید ای آرامگاهان جان؟ کجایید ای جان جانان جهانم؟ کجایید ای اردکان نازنین زرد رویم؟ شما را چه کس کشته است؟ شما را به حقارت می فروشند و به تاراج می برند. اینان مالک بر همه دنیایند. به اینان خواندند که مالکی دو در مالک شدن با یکدیگر به جنگ می پردازند. مرا هم می فروشند و می خرند. اینان همه را خرید و فروش کردند. اینان مالک بر جهان دیگرانند و دیگری مالک بر جهان اینان. ای جهان، جهان من، ای جانان دنیایم، آغوش باز کنید تا چندی به آغوشتان بمانم. عمری مالکانم، این زندانبانان جهانم، این محبوب خاتونان بیشمارم، مالک بر جهانم بودند و حال آمده تا مالک تازه‌ای برایم بجویند و مرا به او بفروشند. ذره‌ای هوا می‌خواهم، ذره‌ای نفس می‌خواهم در آغوش شما آرام بجویم. این آرامش را از من دریغ نکنید. اما دور زمانی است که شمایان را هم از هم دریدند، از شما هم هیچ باقی نگذاشتند و حال در این هوا و من باز دریایی از تنهایی و بیکسی همیشگی هم همراهم است. کاش شما برایم بودید تا با آغوش کشیدنتان ذره‌ای از جهان اینان دور شوم. میدانم، حال دگر میدانم که به جهان شما این دیوانگی ها جای ندارد. اگر به غریزه هم آغوش شدید، اگر به درد همدیگر را دریدید، در آن نقش نکردید و به بازیش بیمیل وامانده اید. اما مهر را در آغوش کشیدید و من مهر را به جهانتان دیدم. آموختید که میتوان دور از این آلت پرستی مهر ورزید و عشق داشت. تمام دانسته هایم را در آغوشتان جستم. دیدنتان، در آغوش کشیدنتان، به آغوش ماندنتان. آنگاه که عاشق نیست، معشوق هم نخواهد بود. به یاد بالهای او بال می‌گشاید، به یاد نوک او نوک می‌زند و به یاد او آرام سر می‌گذارد و دیگر بر نخواهد خاست. جهنم اینان وعدگاه دورشان بر زمین است.
در زمین برآمده تا همه را به کام این مرگ و رنج بکشانند. این آلت پرستان جهان پرغلم و حور را به زمین ساختند، حال می‌خواهند هر که در برابر باشد را بدرند. سعید، به پیش برو، در برابر همگان زانو بزن، بر دست مردان زن مرده بوسه بزن، آنان را ترغیب کن تا این لکه ننگ را از پیشانیت برکنند. برو، هیچ به یاد من و دنیایم نباش، مرا حقیر و پست به بازار آنان، به مالکیت آنان بفروش. محبوب، شاد باش، تو مرا دریدی، به کام مرگ بردی و حال به مالک تازه این مالکیت را تنفیذ کن. تو مالک بودی و حاکم، حال حکم کن که دیگری مالک بر من باشد. حال حکمهای او را تنفیذ کن و مرا به دیگری واگذار تا آب از رود رفته‌ات را بازجویی. امیر، تو هم به دنیای اینان غرق شو، با همینان یکسان شو که برای تو هم آینده‌ای به مثال خود ساختند. شاید سعید شدی و واماندی، شاید محبوب شدی و حاکم گشتی، اما همه دنیا را برایت از پیش ساختند. اینان دوش به دوش، زبان به زبان، نسل به نسل می آموزند تا همه در برابر آلتی بزرگ به سجده درآیند و این قدسی بی انتها، این حکم و محکوم بودن، این مالک و صاحب ماندن و این حقارت را بپرستند. ستایش کنید آلت را که آلت نماد مالک بودن بر جهانیان است. پرستش این بزرگ مرتبت در برابر دیدگانتان است، یا او را بپرستید یا در خاک و خون بمانید. اما ندای قلبم، مهر بر جانم، نگاه عاشقانم، حیوان پرمقامم ندا می دهد که می توان دنیایی را بی پرستش و در خاک ماندن به مهر دوباره آفرید و زنده کرد. دوباره عاشق بود و جهان را عاشق کرد. پس به امید تپیدنت زنده‌ام تا تو را خویشتن بسازم. کتاب آلت پرستان، اثر نیما شهسواری، بخش 7. آرام بر پشت بام نشسته بود و مدام بر زیر لب جملاتی نامفهوم را تکرار می کرد. با خود همه زندگی را دوره می کرد و به آینده نامعلومش چشم دوخته بود. ازدواج با کسی که حتی یک بار هم او را ندیده بود. ازدواج با مردی که زنی را طلاق داده و یا زنش پیشترها مرده بود. ازدواج با مردی که از پیشترها زنی اختیار کرده و او باید برای سالیان دراز با او بر سر تصاحب این مرد می جنگید. مردی که حتی از فکر کردن به او هم دیوانه می شد. خود را هر بار به شکل کالایی می دید که به حراج گذاشته شده است. بهترین خریدار کجاست و چه وقت از میان خواهد رسید؟ شاید از میان این همه خریداران ریز و درشت یک پسر مجرد پا به پیش گذاشت که هم چهره خوبی داشت و هم ثروت قابل قبولی. این مشتری خوبی است. اما باز با خود سوال کرد: مهر کجاست؟ در این معادله و معامله پرسود مقامی برای مهر و دوست داشتن هم در نظر گرفته‌اند. باز باید به خود نهیب می‌زد و همه این افکار را از درونش دور می‌کرد. او نباید به چنین موضوعاتی فکر می‌کرد. او کالایی برای عرضه است. او را برای فروش به حراج گذاشتند و باید که با قوانین آنان و با خوب و بد تشخیص دادن از جانب آنان همسری برای خود اختیار کند. مالکش به پیش آید. او زین پس صاحبی تازه خواهد داشت. ناموس دیگری خواهد شد و این چرخ گردون به چرخش در خواهد آمد. محبوب این دیبای کهن را در بر خواهد گرفت و با نگین انگشتری به دست مالک تازه خواهد داد تا زین پس او مالکانه به آرام بگوید: فرمان دهد، هرچه می‌خواهد را پیش برد و باز دنیای خاکسترگون آنان ادامه یابد. این دختر کنیز شماست. این پسر هم غلام شماست. غلمان و کنیزان به مالکانه پدران و مادران به بند در آمده که خدایی بر آسمان بر همه آنان حکم کند. هر بار مالک تازه‌ای به پیش می آید و بر گرده کهتران خواهد نشست. مرد مالک می شود و سر به زیر زنان در برابرش هر چه خواهند کرد که او فرمان داده است. بعد از چندی زنان کنیز شده در بند و برده به فکر جویدن برده‌ای برای خویشتن برآمدند.
دنیایی به کام آنان خواهد چرخید و برده‌ای پدید خواهند آورد. محبوب برده زرخرید خود را به پیش برد تا به میان آدمیان حراج کند. رو به جماعت در پیش فریاد زد: ای آدمیان، این برده من است. تمام عمر را برای بزرگ کردنش صرف کردم. تمام جوانیم را برای او و به سامان نشاندنش گذاشتم. پدرش مالکیت او را به من بخشید. او همه عمر بار دیگران را به دوش برد تا ما او را اینگونه بپرورانیم و حال من مالک به حق او هستم. جماعت در برابر که بر آلتی بزرگ سجده می بردند رو به محبوب به نشانه تایید سر تکان دادند و بزرگی آلت جهان را پرستیدند. محبوب دوباره داد سخن گفت: ای خلایق، من این کنیز را به پیش آوردم تا به بهای بیشترش مالکیتش را به یکی از شمایان بسپارم. چه کس طالب این حور بهشتی است؟ جماعت آلت پرستان به وجد آمدند و محبوب آرام را دور کردند. محبوب ادامه داد: او تنی بلورین و سپید رنگ دارد. بعد از ادای این جمله بود که لباس تن آرام را کند و او را عور در برابر دیدگان آلت پرستان نشان داد. ای جماعت، پستانهای بزرگ شده اش را دیده اید؟ جماعت آلت پرستان دندان تیز می کردند و از دهانشان آب راه افتاده بود. محبوب دست برد و عورت آرام را به دست گرفت و فریاد زد: ای جماعت، این آلت به ندرت در خون مانده است. هیچ کس به او دست نزده و تا کنون نه او را لمس کرده و نه دیده است. اما امروز برای فروش این کنیز به شمایان نشانش دادم. آیا کسی است که به بهای این کنیز را مالک شود؟ نگین و انگشتری و دیبای مالکیت او را برایتان آوردم. هر که طالب این حور بهشتی است به پیش آید. جماعت آلت پرستان دیوانه‌وار به او چشم دوختند و به نگاه‌هایشان تنش را لمس کردند. هر کس عورتش را پاره کرد. به پستانش دندان کشید و او را به خون وانهاد. اما آرام در همان پشت بام دیوانه شد. از جای برخاست. همه دنیای را از آن خود کرد. دیوانه شده بود. همه چیز را می‌دید. بازار فروش کنیزان را هم به نظاره نشسته بود. او دیوانه شده بود. هیچ از این دنیا نمی‌دانست و نمی‌خواست که بداند. همه جماعت آلت پرستان در برابرش بودند. نگاهی به عقب کرد. جنازه اردکای زرد نشان را بر زمین دید. آهی کشید و به پیش رفت. با خود خواند مرثیه دردهایش را. ای مهر، دور ماندم از لمس کردنت. ای عشق، دور ماندم از بوییدنت. بدر این جان پوسیدم را که هرزگی بر جانم نشاندد. آرام بر روی بام کوچک بر پشت بام رفت. لباسها را یک به یک از تن در آورد و عور به آلت پرستان چشم دوخت و فریاد زد: این تن عور من است. این وجود و همه جان من است. این هر آن چیزی است که در من است. همه از خانه ها بیرون آمدند. آرام را عورتن بر پشت بام خانه دیدند. با صحبت ها شنیده شد: بی عفت، این دختر هرزه است. بیا برویی تا به کجا؟ وا مصیبت ها، دوره آخرالزمان است. آلت پرستان می گفتند و آرام برایشان گفت: تن عورم، آنچه همه دنیایتان برام بود. پستان بزرگ شدم، آنچه رویایتان در آن بود. عورت در خونم، آنچه فکرتان همه عمر از آن بود. و این عورتنم که آبرو و عفت و شوکت و عزتتان در آن بود. همه در پیش رویتان است. آلت پرستان دیدند او را عورتن، دیدند او را، باز گفتند و هزاری شنیدند. محبوب هم دید، سعید هم بود. انور به پیش آمد. امیر را صدا کردند و همه در بی آبرویی و آبهای رفته ز جوی برآشفته بر تن عور آرام نگاه کردند که آرام در حالی که وردی زیر لب می‌خواند بنزین بر روی خود ریخت و آتش زد. همه دنیای را آتش زد. جهان سوخت و خاکستر شد و آرام زیر لب خواند: ننگ جهانتان پاک شد. عورتن بی عفت در خاک شد. به صدای ورد آرامش جهان سوخت از جان در عذابش. جان تازه‌ای برآمد و هزاری به خود خواند، به دیگران خواند، ناله سر داد. غمین و افسرده بود.
باز روید و جوانه زد. باز به پیش رفت و از نو شد. هزاری را به خود خواند و دوباره رویاند که مهر را بشناسد، که به عشق لانه کنند، که دوباره سرآغاز شوند و انسان دوباره ای را بیارایند. اما آوا خیشتن را آتش نزد. به پشت بام نرفت تا اورتن در برابر آلت پرستان برایشان از پستی تن ساخته به دنیایشان بگوید. او در همان پشت بام بود که با خود راه تازه‌ای جست. فکر تازه‌ای کرد و خواست دنیایی دور از دنیای محبوب و محبوبگان بسازد. آری، او در همان پشت بام بود که یک بار از جای جست و بیرون رفت. لباس به تن کرد. جامه رزم پوشید تا از دنیای دیوانگی آنان رهایی یابد. فرار کرد. خواست دنیایی را دورتر از دنیای بیمار آنان بسازد. اما جهان از آنان بود. همه جا ریشه دوانده بودند. هر جای محبوب بود. هزاری چو محبوب و محبوبگان در کمین نشسته بودند. غذا نداشت. جای خواب در برابرش نبود. هیچ در برابر نداشت. پس جماعت بسیاری که سالیان دراز در خفت و خواری رویدند به پیش آمدند تا حقشان را از جهان پس گیرند. هزاری در تمام این دوران پیش و در دور دستها آنان را به بردگی فروختند و خریدند و مالک داشتند و در سودای مالک بودند سوختند و ساختند تا در برابرشان آوایی آمد و آنان خیشتن را مالک بر او دیدند. کنیز در پیش بود. غذا می‌خواهی؟ جای خواب نداری؟ مالکیت در پیش روی توست. جانت را بفروش. مالک را برای خود اختیار کن. آلت پرستان مالک بر جهان دادند و هر بار بر ارزش این مالکیت بر آنان افزودند. هر بار برایشان هزاری قصه بافتند تا در این مالکیت و صاحب بر دیگران شدن از یکدیگر پیشی بگیرند. پس آنان مالکان به حق جهان شدند و حال که کنیزی بی پر و بال در برابر آنان است، مالکان به پیش رفتند و او را به بند درآوردند. یکی با نیاز نان او، یکی به نیاز جاه او، یکی به قدرت تیغ و خشم بر او و یکی با فریب و مکر بر او. هر که مالک تنش شد و درید جانش را، پستانهای بزرگ شدهش را به دندان گرفت و کند، خونش را خورد و شهوترانتر از دیرباز بر آلت مقدس جهان سجده برد. عورت خونینش در برابر بود. برای اولین دریدن چه پولها دادند، چه دندانها تیز کردند، چه خرید و فروشها کردند، چه تجاوزها می کنند و چه شرم بر جهان گذاشتند از نام این درید جان، از این انسان پستر از هر پستی دوران، از این دو پای بیمار در خزان. آوا چه کردند؟ چه به روزت آمده است؟ عورتت در خون و پستانت بریده است؟ آوا زنده ای؟ صدایم می شنوی؟ چه کردند با تو ای جان پژمرده‌ام؟ چه شد آن خنده های زیبایت؟ چه شد آن آرزوهای دوردست؟ چه شد آن در دست گرفتنها؟ چه شد آن مهر و عشق آن صفا؟ آوا چه شد جان گرانت؟ آوا در خون آلت پرخونت جان دادی و دنیای را به درود گفتی. آوای به پستان بریدت مرگ را به خیش خواندی. آوا جانت را دریدند و در خون نشاندنت. فروختند. آنان هم تو را فروختند. بکارتت را به دندان بریدند و در خونت نشاندند. آوا زنده ای؟ بگو که زنده ای. بگو که نکشتند. چه شد آوا؟ چرا چیزی نمیگویی؟ خواستت این بود که تو را بدرند و بکشند، اما نکشتن و رهایت کردند. آوا این گونه نگو. با خود این گونه نباش. مگر چه به روزت آوردند که مرگ را بر آن ترجیح دادی؟ ای وای آوا، نگو که این بیماران تو را هنوز هم مالک می شوند. نگو که هر بار برای تصاحبت دندان تیز می کنند و به جان هم می افتند. نگو که هر بار تو را می خرند و می فروشند. آوا نگو اینان تو را فاحشه کردند. تو را به خاک و خون نشاندند و حال در این مالک شدن بر جهان و جهانیان فخر می فروشند و زندند. آوا اینان آلت پرستند. اینان آلت پرستیدند. اینان به شهوت غرقند. اینان محتاج بر پرستیدنند، محتاج بر مالک شدن. اینان در بندگی و بردگی وامانده‌اند. ای وای آوا، اینان هر روز تنهای بیشمار را میخرند، مالک میشوند، صاحبان در دریدن خون و جان او به یکدیگر فخر میفروشند و به خیال شهوت آلود خود لذت میبرند. ای کاش آوا بودی و برایش میخواندی.
ای کاش باری به این دیوانگان میفهماندی که لمس دست عاشقانه لذت است. عاشقانه دیدن لذت است. عاشقانه بوییدن لذت است. ای کاش آوا باز هم بر این دیوانگان میخواندی. ای کاش آوا با آرام هم پا می شدی و بر آن پشت بام بر آلت پرستان از عشق و مهر میخواندی. آری آوا میدانم، همه چیز را میدانم. نفرتت از عشق را میدانم. همه بیبند و باری های جهان را میدانم و همه را دانستم. همه چیز را فهمیدم. این نفرت از دوست داشتن و به مهر و به آغوش کشیدن را میدانم که نهای دنیا هرزگی است. میدانم انقدر به گوش خواندند، انقدر همه را بوالهوس و هرزه گفتند که همه بوالهوس و هرزه شدند. همه را میدانم. اما ای کاش آوا به آغوش آرام از عشق میخواندی. ای کاش این دیوانگان، این آلت پرستان را به مهر میپروراندی و دوباره جهان تازه بر جهان چشم میگشود. چه بگویم از آن میدانها، از بردگان و کنیزان به بند در آمده، از آنان که آورده تا بفروشند، از بردگان تحقیر شده که آمده تا باری خود را صاحب و ارباب تصویر کنند، از خرید و فروش جان، از دریدن پستان و عورت، نه فراتر از آن، از دریدن جان. از چه بگویم؟ از تمام این سالیان و از بینه‌های آوایان. آوا جهانشان زشت و غرق به زشتی است. لیک آوا تو زیبایی، به زیبایی تمام احساسات پاکت در آن دور دست ها. تو زیبایی، به زیبایی همان دست بر دست دادن ها. تو زیبایی، به زیبایی همان جسم و جنست که آرام به تو سخن گفت و عشق را خواند. به ندایش عشق را بخوان و این دیوانگان را بر حذر دار، از خریدن و دریدن و در خون ماندن، از به کفن کشیدن و در خاک کردن. این آلت پرستان را بیدار کن و دوباره سرآغاز کن. آیدا در برابر محبوب خاتون سر به زیر افکند و هرچه او گفت را به جان و دل سپرد. خاطره آن روز را هر بار با خود دوره کرد. آن روز که جماعتی برای عیار جانش به میهمانی آمدند. در برابرشان سینی از چای گرفت و برایشان چرخی زد. زن خریدار، مادر مالک در پیش گفت پستانهای دندانگیری دارد. خواهر مالک در پیش خواند خاتون، کسی عورتش را دیده است؟ محبوب در حالی که گلویش را صاف می کرد گفت این چه حرفی است؟ او آفتاب و مهتاب ندیده است. حتی نمیداند معنای آلت و عورت چیست. آنگاه آلت پرستان با هم خندیدند و آیدا گریه کرد. آنان بر اندام او چشم دوختند. مادر پسرک به پیش رفت و دندانهای آیدا را برانداز کرد که مبادا ریخته یا خراب باشد. دستی بر پستانش کشید و سفتی آن را لمس کرد و با خود گفت به فرزندان بیشماری میتواند که شیر دهد. حتی پسر زن مردهشان هم بر اندام او چشم دوخت و با خود او را به رخت خواب تجسم کرد. نمیدانست همسرش را طلاق داده است یا مرده است. شاید هم در خانه به انتظار آنان بود و یا اصلا همسری نداشت. هرچند که درد به هر کدام از آیدایان تفاوت داشت. لیک مرد او را به تخت تصویر کرد و مالک بر پیش رفت. آیدا بر تخت خود را مچاله کرد. لحاف به دهان برده بود که مرد آلت به عورتش خون پاشید و پستان درید. آیدا به خون آمده اشک در خون ریخت و با خود دوره کرد که چگونه مهر تایید بکارتش از پیش دادند. چگونه به کنار جمعیتی پزشکی دست به عورتش برد، پایش را باز کرد و او را معاینه کرد. پرده را دید و فریاد کنان برای گرفتن مژدگانی به پیش دیگران رفت. آنان سرمست هلهله کشیدند و خندیدند، اما آیدا باز هم اشک ریخت و گریه کرد. او را یک بار به معاینه بردند و حال در این شب خون و خونبازی نیاز به حضور مادر صاحبان نبود و فرزند تازه مالک شده خود خویشتن به تنهایی دختری را زن کرد. باز شاد شد، خون دید و هلهله کشید، اما آیدا باز هم گریه کرد. زندگی گذشت. هر شب آیدا را به اتاق برد و آلت و عورت به هم نمایان شد. مرد زشت بود، نه شاید زیبا بود. رشید بود، نه کوتاه بود. اندام چاق و افتاده‌ای داشت، نه عضلانی و قدرتمند بود. همه بر فنا که آیدا از او بیزار بود. مهر جایی نداشت. عاطفه به دور دست ها منزل کرد.
و هیچ در میانشان جاری و ساری نبود. اما هیچ کس هیچ ندانست و برای هیچ کس هیچ از مهر و عاطفه به میان نبود. تنها آیدا بود که باید همه چیز را به گوش و جان می سپرد و تکرار می کرد. باید گردن می نهاد. او برده زرخرید بود. باید گریه می کرد. باید در خون می سوخت و دم نمی زد که بردگان لایق به گفتن هم نبودند. هر شب بر عورتش آلت گذاشت و گریه کرد. هر شب پستانهای بزرگ شده اش را بی‌مهر به دندان دیگری سپرد و هر بار در بی‌مهری خود را به مالکش فروخت. هیچ کس هیچ ندید و نخواست که ببیند که به دنیای آلت پرستان مهر بی ارزشترین ارزش هاست. او برده‌ای بود که مالکش سالیانی بر او تاخته بود. هیچ از دنیا نداشت. پس بر مالک شدن طمع کرد. شاید به فردا دختری داشت و باز آوای تازه‌ای برون می آید. شاید مالکانه او را به فروش می گذاشت. شاید برایش همان می کرد که محبوب به جانش کرده بود. شاید همه دنیا را به مالک شدن خود دید و برای رسیدنش به آن تلاش کرد. اما شاید دنیای او راه دیگری گرفت. آیدا رفت و مهر به دل دیگری داد. رفت با دیگری عشق را تجربه کرد. شاید او خواست تا عشق را به آغوش دیگری بجوید. شاید عاشق شد و دست بر دستان دیگری نهاد. اما او پیشترها برای خود مالکی داشت و مالک بر او تاخت. شاید او را به باد سنگ بست و طوفان نفرین به جانش رسید. شاید او بدکار و بدنام در میان همگان شد. شاید او تنها به دنبال مهر رفته بود. اما باز به دلم هرزگی نشست و باز هرزه خوانده شد و شاید هرزه خواست که باشد. شاید آنقدر به گوش آیدا خواندند هرزگی را که هرزگی پیشه کرد. شاید به نزد هزاری رفت و با آنان هم بستر شد. نه محتاج به پول بود و نه هیچ بر سر پروراند که خواست به آلت پرستان بفهماند که واقعاً هرزه است. شاید آنقدر به دریای هرزه خوانده شدن غرق شد که خود را به دست طوفان هرزگی داد. اورتن به پیش رفت و همگان را به پیش خواند تا به عورتش دستی برند، پستانش را بفشارند. شاید آنقدر بی‌مهر زندگی کرد که بی‌مهر تن داد به هر که در برابرش بود. شاید هرزه شد تا به جهان آلت پرستان دهنکجی کند. شاید خود را هرزه کرد تا این تهمت را واقع کند، تا به کم خود قانع شود که تهمتش راستین است. آیدا همه کار کرد. بیمیل به کام مردی رفت. پستان به دهان فرزندش گذاشت و همان پستان را به مرد خیابان هم داد. فرزندها را رها کرد. خود را به دام هرزگی سپرد. او هرزه‌ای شد که هیچ کس همتایش را ندیده بود. او خانمان برانداز بود. به نزد مردهای دیگر رفت. به سلاح پستانها با همان عورت بخون همه را مست خود کرد. مردان زندار را وسوسه کرد تا همه به این هرزگی وام بمانند. او را هرزه خواندند و خواست جهان را هرزه کند. آیدا روزگار بسیار داشت. سرانجامش به طول و درازی بسیار بود. لیک آیدا، ای کاش ذره‌ای دورترها را به یاد می آوردی. ای کاش طعم مهر به خاطرت بود. ای کاش به خاطرت بود که با آن احساس چگونه زنده می شدی. ای کاش این خرقه ننگین آلت پرستی را به کناری می زدی و خیشتن را در می آفتی. ای کاش این ننگ به تو داده را باز پس می فرستادی و این دیوار را به کناری می زدی. آیدا، ای کاش باز اور می شدی. باز به پشت بام می رفتی. این بار برای خیش و برای هر که در این دیوانگی خود را به دست هرزگی سپرده بود از پاکی می خواندی. می دانم. به تو انگ می زدند. تو را دیوانه خطاب می کردند. اما باز هم پس ذهنهایشان یاد همان دستها می افتادند. یاد پاکی جانشان می افتادند. می دانستند که این جان برای عشق است. برای درآمیختن با اوست. به خود تلنگر می زدند و جانشان را با عشق تقسیم می کردند. وای که در آغوش هم یکدیگر می شدند. یک تن به فریاد در می آمدند و جهان را از آلت پرستان دور می کردند. دیگر مالک نبودند. همتای به هم فرزند می آوردند. برده در برابرشان نبود که جانشان برون آمده بود. آنچه به او می دادند که خیش در آرزویش بودند. آیدا، می دانم. همه دردهایت را می دانم و این هرزه پنداری از هرزه باوران را می دانم. اما باز هم به مهر زنده خواهی بود. اگر خیشتن بخواهی، پاکی از آن توست. اگر به قدرت مهر ایمان بیاوری، برخاسته از گور، بی کفن به پیش تا جهان تازه به پیش آید.
دور از آلت پرستان و به قلب مهر و عشق. اما آلما در آن روز و در آن پشت بام به خود عهد کرد تا برای همیشه از دنیای شهوت‌آلود اینان دور بماند. به دور خود ریسمانی بافت که از همه چیز و همه کس دور بماند. او به دل عشق را به کنار شهوت کشت و خویشتن را زنده کرد. دیگر همه دنیای ترسیم شده از سوی آلت پرستان را در شهوت دید و نخواست به شهوت آلوده شود. آلما همه چیز را کشت. هر دست فشردنی را تعریف آنان در شهوت دید. از شهوت متنفر شد. همه دنیا برایش تنفر بود و تنها راه حل را دوری جستن از جهان دید. دیگر هیچ در میان نبود. نه مهری به میانه قلبش جای داشت و نه شهوت. نه عشق را شناخت و نه لذت. او به دام جهان پوچی اسیر ماند. همه چیز را به دوری جستن تعبیر کرد. او از همه بیزار بود. از همه چیز دنیای دور ماند و خویشتن را به دنیایی از نفرت باز ساخت. دور و دورتر شد. از همه دنیای دور شد. به پای خود ایستاد و در این دوری جستن از جهان آلت پرستان آن شد که دور از آنان ترسیم شود. شاید درس خواند، شاید کار کرد. هرچه در جان داشت را به خدمت گرفت تا تنها از دنیای آنان دور بماند. تا تنها دنیایی بدور از دنیای آنان ترسیم کند و همه وجود را به خدمت این خواسته گرفت. آلما تنها بود. تنها تر از همه دنیا به تنهایی زنده ماند و در تنهایی قد کشید. بزرگ شد. همه چیز را از دنیای خود پاک کرد. همه چیز را به ننگ و انگ خاموش خواند و پستانهایش را از یاد برد. عورتش را دفن کرد و بر آن خاک ریخت. خویشتن را به خاک سپرد و زنده به گور دنیای را ادامه داد. آلما هیچ از دنیایی نداشت جز خویشتنی که زنده به گور بود. آلما تنها و بیار و هم نفس زنده ماند. هر روز که خواسته هایش دورتر از مهر و دوست داشتن بود منزل کرد. نه همسری داشت، نه مهر و عاطفه‌ای، نخواست فرزند داشته باشد و نخواست که زندگی کند. تنها خواستش آن بود که با تنی در خاک مانده و دفن شده به دنیا زندگی را طی کند. آلما در خاک بود. تنها سرش از خاک بیرون مانده بود. با همان سیما و در همان شمایل زندگی کرد و به دور از هر چه دنیا برایش تصویر کرده بود او دورتر و تنهاتر از همیشه زندگی کرد. شاید هم پیروز شد. شاید هم دنیا را فراتر از آنان تصویر کرد. اما مهر را به دل کشته بود و اینگونه زنده به گور نفس می‌کشید. او زندگی نمی‌کرد که مردگی را ترجیح داد. نمی‌خواست عاشق باشد. نمی‌خواست کسی را دوست داشته باشد. نمی‌خواست به مهر سر بپروراند و به عشق زنده شود. تنها مردگی هدفش از زنده ماندن بود. آلمای تنها. دنیای این روزهایت چگونه است؟ آیا هیچ در خاطرت از آن روزها مانده است؟ آیا کسی از آن دورترها را به یاد داری؟ آیا آن دوست کودکی در خاطرت هست؟ آیا دستهای او زیر نیمکت را به خاطر داری؟ آیا سخن دستانت را به گوش خوانده ای؟ هیچ از آن روزگاران در خاطرت نیست، میدانم. همه چیز را به نفرت بدل کرده ای. همه چیز را به نفرت خوانده ای و هر روز از آنچه برایت ساختن دورتر و دورتر شدی. میدانم. هیچ از آن روزگاران در خاطرت نیست. اما آیدا، آیا آن پسر آرد بردوش را هم از خاطر برده ای؟ آیا او را و آن نگاههایش به دنیایت راه نداده ای؟ آیا او را از یاد برده ای که به تو چشم دوخت و با نگاه عاشقت کرد؟ او را هم از یاد برده ای؟ آن احساس ناب مهر را هم به شهوت برایت بدل کردند و همه را در همان عورت و آلت تصویر کردند و تو همه را چشم و گوش بسته پذیرفتی. آیدا، اردکان را چه؟ آنان را به خاطر داری؟ آنان که به مهر در آغوشت آرام بودند را از یاد برده ای؟ آیا آنان را هم به شهوت تعبیر کردند و تو چشم و گوش بسته پذیرفتی؟ آیدا، میدانم درد در جانت لانه کرده است. میدانم پر درد زنده به گور جان داده ای و به مردگی زندگی گذراندی. از مرگ آنان همه دنیایت مرد. آنان زنده نبودند تا به عشقشان خود را باز ستانی، تا خود را دوباره احیا کنی. ای کاش به ندای آرام آنان گوش فرا می دادی و با آنان دوباره زندگی را می جستی. ای کاش به ندای عاشقانه آنان گوش فرا داده بودی. ای کاش دیده بودی که از مرگ یکی دیگری در خاک و خون نشست.
به شکل او در همان جای جان داد که او با او ادامه دهد، با او باشد و در کنار هم به دور از جسم و جنس زندگی کند، در مهر زاده شود. ای کاش آنان را دیده بودی. اما آلما، هرچه تو ندیدی را آنا دید. او همه چیز را به نظاره نشست. او از دیرتر باز نه صدای این دیوانگان به شهوت آلوده را که به ندای جانش پاسخ گفت. آنا زنده شد. دوباره بر پای ایستاد. خود را دورتر از دنیای اینان ساخت. او به میان شهوت پرستان زاده شد. او در دل همین جماعت آلت پرستان زنده بود. در همان خانه و با همان محبوب زندگی کرد. دنیای دیگری را دید که ندایش از جانش برخاسته بود. او به ندای دستان عاشقانه به زیر نیمکت‌ها گوش فراداد. او آغوش باز کرد تا اردکان زرد به قلبش لانه کنند. او عشق را با آنان تجربه کرد. به آرامش دستانش، به آرامی تن آنان جسمش را دوباره خواند. به دستان پرمهر خود چشم دوخت و به آرامش دستانش به دیگری جان داد. جان خواست و به جان دوباره زاده شد. آنا تنش را شناخت و به نخست راه عاشق خویش شد. نه تن را هرزه دید و نه جان را، به که و ننگ و انگ آلوده کرد. او پستان بزرگ شده اش را آراست تا شبی به دهان فرزندش بگذارد و از مکیدن او عاشق شود. او دست را به مهر تعبیر کرد و گاه به صورت دردمندان کشید. گاه به رخسار عشق جان داد و گاه به اندام اردکان لانه کرد. عورت خونینش را نجس نپنداشت و با عورت او در برابر عشقی که همه جان در گروی او داشت آرام یک تن شدند. آرام به هم آغوشی زنده شدند و جهان را به تابیدن جانشان معنا کردند. آنا همه تن را آراست. زیبا و زیباتر شد. آنقدر زیبا که به زیباییش دنیای زیبا شود. به مهر و عاطفه‌اش، به عشق و تقسیم عاشقانه‌اش جهان گلستان شود. او همه عمر جنگید با هر زشتی در برابرش. او همه عمر ایستاد و سرخم نکرد. هرچه از پستی و هرزگی گفتند او را هرزه نکرد و پاک جان درآمیخت. با آنکه تنها عشق دورانش بود، با آنکه عشق را در نگاه او جسته بود. شاید همه عمر را به مهر و عاطفه بخشیدن به دیگران طی کرد. شاید لباس پولادین به تن در برابر دیوانگان مست و آلت پرستان ایستاد. به جهانشان فریاد زد و همه را از این دنیای ننگالود رهانید. صدای فریادش را شنیده اید؟ شنیده اید آنا چگونه فریاد زد؟ آلت پرستان، این تن و جان منبع مهر و عاطفه است. این دستان مهر می‌پروراند و به دردمندان عاطفه بخشیده است. این پستان برآمده به دهان فرزندم از جانم بخشیده است. او را دوباره زنده خواهد کرد. این عورت در خون مانده خونی نیست، دیگر در خون نیست و برای یک تن شدن آمده تا دنیایی را به عشق بپروراند. این تن شرمگاه نیست و منبع عشق و عاطفه است. آنا پیش رفت و رخت جنگ پوشید تا برابر هر دیوانه‌ای بایستد. در برابر محبوب و سعید و امیر ایستاد و عشقش را بزرگتر و بزرگتر بر همگان خواند. به جنگ ایستاد تا حقش را یک بار زیستن به جهان بگیرد و آنکه را دوست دارد به آغوش بکشد. عشقش آن نگاه و آن دستان را به آغوش کشید و در آغوش او دوباره زنده شد. در برابرش بسیار بودند. انور پیش آمد و او را هرزه خواند. او را به اورتنی پاکش پاسخ گفت. تن اور برابرش عریان کرد و به او خواند از راز این دستان پرمهر، از پستانهای جانبخشی، از عورت پیونده. انور خاموش ماند و دیگر هیچ نگفت. محبوب فریاد میزد. آمده بود تا او را به میدان شهر در میان دیگر کنیزان بفروشد و این یوغ بردگی بر گردنش بیاویزد. اما آنا زنجیرها را پاره کرد. به زیر زمین رفت و با دستان مهرتن و جان رنجورش هرچه در میدان بود را زیر و رو کرد. همه کنیزان را آموخت که یک بار زنده‌اند. همه را خواند که خیشتن را عاشق شوید، که خیشتن را دوست بدارید، که به تن و جان خیش بها دهید، که خود را والا و بی همتا فرض کنید. بردگان، کنیزان و غلامان یوغ‌ها را برکندند. خیشتن را به آغوش کشیدند و بر تنان دردمندشان که به هزاری انگ دیوانگان آلوده بودند بوسه زدند. خیشتن را شستند. اما نه این بار تنان به فکرها آلوده به هیچ بود. این بار مغزها را شستند و دوباره از نو سرآغاز شدند. آنا در برابر همه ایستاد. هر عاقله همه چیز دانی هر چه به او گفت را شنید و در برابرش ایستاد.
هرچه را پست گفتند به پاکی نشان داد و پیش رفت و هر که در برابرش بود به کناری رفت که آنا آمده بود تا خویشتن را دوست بدارد، تا به دوستی خویشتن دیگران را به مهر بطلبد. او عاشق بود، عاشق هر که در جهان بود. جنس نبود، هیچ از دنیای ترسیم شده از آن به میانه نبود. آنا شاید عاشق مردی شد، شاید عشق را به جان زنی دید، شاید عشق و تبلورش به جان حیوانی بود. هیچ در میانه نبود جز مهر و عشق که همه بر جانش لانه کرده بود. پس تنها عاشق بود، بی فکر بر آنکه چه کس در برابرش است. او تنها به قدرت عشق ایمان داشت. شاید با همان پسرک باربر یک تن شد، شاید به آغوش هم در آمدند، شاید با هم یک تن شدند، بوسه بر جسم هم زدند، زیبایی تن خیش را دانستند، از زیبایی تن دیگری لذت بردند. به آغوش هم آنگاه که یک تن بودند به آغوششان کودکی سر برافراشت. آنا اشک ریخت، گریه کرد. پسرک هم اشک میریخت و گریه میکرد که به عشق آنان دیگری سر برافراشت، دیگری به میان آمد که همه دنیای آنان بود. به مهر او را به خود فشردند و از شوق اشک‌ها ریختند. آنا پستانش را برون کرد. وای که به چه حد به آن پستانهای برآمده میبالید، وای که چه حد به عورتش میبالید که به این عشق بیکران مفتخر بود و آرام پستان به دهان فرزندش گذاشت. او مکید و آنا بیشتر عاشق شد، بیشتر پرواز کرد و به آسمان رفت. آنا همه را عاشق کرد و عاشق شد. گاه دست بر صورت سگی کشید و او را به پاکی جانش ستود. چه والا و بزرگ مرتبت بود. او مظهر عشق و عاطفه بود. اینان هرچه مهر داشت را نجس خواندند و آنا هرچه مهر بود را ستود. اردکان به کنارش قد کشیدند و بزرگ و بزرگتر شدند. کودکش قد کشید و بزرگتر شد. برایش از تن والایش گفت، از این جان با ارزشش که والاترین ارزشا بر جهان است. هر روز برایش خواند، هر روز به او درس آزادگی داد. به گوش فرزند خواند که یک بار به جهان آمده است و یک بار این دنیا را دیده است. باید که آرزو کند، باید که به آرزویش عمل کند، باید که به راه آرزویش زنده بماند. آنا هر روز با آغوش فرزندش برایش از تن پاکش گفت. از این ارزش والا به دلش خواند و هر بار برایش گفت که میتواند با این تن پاک چه مهرها را فزون کند، چه عشقها را برون کند و چه جهان را واژگون کند. تنش را به او نشاند و این جهان پاک را به او فهماند. آنا فرزندش را آزاد از هر قید و بند به پرواز درآورد. آنا دورتر نشست و پرواز او را نظاره کرد. بر آسمان بودنش را دید و بر خویش بالید. هیچ از گذشته به یاد نداشت. آن دنیا را از یاد برده بود. با خود خواند جهان را دگرگون خواهد کرد. همه دنیا را دگرگون خواهد کرد. همه دوباره خویشتن را خواهند دید. همه جان را خواهند دریافت و بر ارزش والایش، بر قانون پاک آزادیش پایبند خواهند شد. آنا به تنهایی پرواز نکرد و هر که در کنارش بود را به پرواز درآورد تا جهان را دوباره از نو سر آغاز کنند. در آن دورترها و آن دور دستها، آنجا که دختران را زنده به گور می کردند، یکی سر برآورد و فریاد وا مصیبت سر داد که چه می کنید؟ ای جماعت دیوانه مشرک، این چه دنیایی است که ساخته اید و بر آن دختران را زنده به گور دفن و می کشید؟ آنان باید برآیند و دنیا را ببینند. آنان باید به جهان زندگی کنند و به فرمانش همان کردند که او فریاد زده بود. اما دیری نپایید که او به قدرت درآمد و اسیر بر خدا سر طاعت فرو نشاند. او و همه بر جهان به چنگ قدرت درآمدند و هرچه خوبی بود را فدای خویش کردند که جهان همین و تا ابد همان خواهد بود. قدرت به پیش بود، همه را به بند درآورد و هرچه گفت در خدمتش به کنیزی رسید و در برابرش سر تعظیم فرود آورد و آنکه از زنده به گور کردن دختران گفته بود به شهوت قدرت سر سایید و آن کرد که همگان می کنند، آن کرد که انسان کرده است، آن کرد که به ذات همگان زنده است. شهوت آلوده به کام قدرت بران شد تا همه چیز را به کام خیش ببلعد. این رسم زنده انسان است. این رسم این کهتر از کهتران است. همه چیز را مالک شد. مالکانه به پیش رفت و زنان را صاحب شد. همانان که زنده به گور می گشتند. از همه خوشش آمد. همه را به شهوت دید. همه را در آغوش خود تصویر کرد و باز از این هرزه پروری لذت برد. همه هرزه شدند. همه بر کام او درماندند. پس از چندی فرمان داد تا هرزه رویی را بپوشانند.
این تن هرزه را از دیگران ببارانند. به کیسه کرد، به اندرون برد، پرده ها را به پیش کشید و همگان را از این مالک شدن دور کرد. بر آنان راه مالک شدن آموخت تا بر این کعبه سر سایند. چندی گذشته بود که کفنها بیرون شد، همان کفنها که دختران را با آن دفن کردند و به خاک سپردند تا دیگر زنده نباشند. کفنها را برون کردند و زنان را به پیش خواندند. کفنها به تن شد و زنان به پیش آمدند. هر روز فرمان تازه‌ای به پیش آمد. هر روز قدرت مسخ کننده به پیش رفت و قانون همه را در خیش خورد و باز به پیش رفت. گذشته بود. دیر زمانی گذشته بود. شاید هم از همان نخستین بود که زنان کفن شده بر جهان دیگر زنده به گور نمردند که زندگی کردند. این بار زنان با کفن محکوم به زندگی بودند. اینان زنان زنده به گور شده بر جهانند. دیربازی آنان قدرت پرستیدند. گاه سبعیت و وحشیگری را ستایش کردند. گاه بر زر و زور سر تعظیم فرود آوردند و حال به آلت تسلیم شدند. این جماعت در برابر بر آلت نمایان بر جهان سجده بردند و هر روز بیشتر بر پای این قدیسه خویشتن را به خواری فراخواندند. اما ای وای که همه جهانشان به تناقض بود. آنقدر در این دیوانگی غرق بودند و اینقدر در این فرسایش به تنگ آمدند که هر بار خویشتن را در این سردرگمی به اعماق چاه کنده به دست خویش بردند. همه را به چاهی دفن کردند که نامش زندگی بود. نخست زنان به این چاه دفن شدند و مردان شادمان به مردگی آنان چشم دوختند و پس از چندی مردان را به ته چاه بردند و همه با هم در کام چنین ننگ پرستی واماندند. همه زنده به گور مردگی کردند. زنده به گوران آلت پرست در پیش بودند و هر بار برخیشتن ننگ بیشتر کوفتند و همه چیز شرم شد. جانشان، تنشان، عورت و آلتشان همه بر ننگ سر بر زمین کوفتند و بر آنچه برایشان تقدیر بود تسلیم شدند. این تسلیم شدگان ننگ شدند و بر این ننگ سر ساییدند. در گوری دفن بودند که خیشتن برای خیشتن کنده بودند و هر بار در این دیوانگی به پیش رفتند. آرزو مالک شدن بود. رویا و خواسته صاحب ماندن بود. به تحقیر در خیش بودند و به تحقیر به پیش آمدند. انتقام نخست ارزششان بود و در این انتقام از خود در گور مانده به انتقام برآمدند. صاحبان بر برده فخر فروختند و سیر دواری ساختند که همه در آن برده شوند. به نوک پیکان این هرم اربابی نشسته بود و برای ماندن در این هرم همه برده و ارباب شدند. تحقیر شدگان تحقیر کردند. هرزه پنداری باب شد. هرزه شدند و بوالهوس خوانده شدند و به آخرش همه در نقشی از پیش خوانده فرو رفتند و حال جماعت بیشمار که با کفن به تن هرزه پندار است و جماعت اورتن که بی کفن در تن زنده به گور خود را هرزه خوانده و هر چه می کند تا بدانند اون هرزه و بوالهوس است. آلت پرستان در برابر آلت بزرگ جهان قدرت سر تعظیم فرود آمده در ننگ و انگ بر این زشتی سر می سایند و هر روز در این زنده به گوری بیشتر به مرگ نزدیک شدند. اما باید که برخاست، باید که از نو سرآغاز شد. این گونه است که یاغیان به جهان برخواهند خواست. یاغیانی که نیامده تا همه چیز را زیر و زبر کنند، آمده تا باز بیافرینند، آمده تا دوباره و از نو سرآغاز شوند، آمده تا جان بسازند، آمده تا جان را به جهان ارزانی دهند، آمده تا همه ارزش‌ها را دگرگون کنند، آمده تا ریشه از هر چه اینان ساختند را برکنند و دوباره از نو نهال تازه‌ای بکارند. آلت پرستان ببینید، آمده تا از گور برونتان کنیم. اگر سرخم کرده و در گور به کام مرگ مردگی کرده اید بس است. اگر به دهان کجی خیش را هرزه کرده اید بس است. اگر در کام اربابان وامانده خیشتن را به خاک و خون کشیده اید بس است. حال دوباره باید برخاست. زمان از نو برآمدن است. حال زمان جاری و جان شدن است. هرچه خرقه و دیبای از دور زمان دارید را برکنید. همه را به آتش بسوزانید و رخت تازه برتن کنید و دوباره شوید. این بار جان باشید. هیچ کهتر و بیشتر از آن. هیچ جان باشید. ارزش دنیایتان جان باشد که این بار ساختن و دوباره برون آمدنتان است. آنا کفن استم برکند و دیبای زیبایی به تن کرد. خیشتن را جان انگاشت و این جان والا را ستود. این یگانه ارزش دنیای را ستود.
دانست که والاترین ارزش بر جهان جان است. هیچ همتای او نیست و بر تنش دست کشید. از داشتن عورتش، از پستان برآمده‌اش، از دستان و موهایش، از هرچه بر جانش بود خجل نشد و بر آن بالید. زنده به گوران و آلت پرستان زمان. برون آمدن از گورهای ساخته در پیش است. باید از زمین برآییم و جوانه زنیم. دوباره سرآغاز شویم و ریشه بپرورانیم. باید از نو برآییم و بر آسمان رویم. آسمان را به ارزش تازه از جانمان میهمان کنیم. هرچه از دیرباز ساختند را ویران کنیم که همه ریشه در دریا داشت. باید که خاک را جست و این بار نه به دفنش در آمد، نه به بی دفن به دنیا در گور ماند که باید ریشه از ارزش‌های تازه بر جهان و بر جهان تازه درود گفت. به امید ساختن جهانی به وسعت جان که معنای آزادی در اوست. تمام. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com